چرا نمیشه؟ یعنی از این عبارت که معرف راسخ به همین سخنش کافر است. همین سخن، بله، همین سخنی که بیان شد واضح است. اگر غیر قرینه استعمال کنند در کفر خو واقع نمیشه. این همین عقیده کفری است. بیاید برائت میکنیم ازش، توبه نکنه ما ازش برائت میکنیم. به سه مناط معرف راسخ کافر است. بله، اینا رو تطبیق با اینا نتید. در مسئله مسکو واضح و روشن است. فهمو، من قبول کردم گپت. بارك الله فيك. برادران و خواهران اهل توحید، الله سبحانه و تعالی همگی شما را حفظ کند. البته که اکثریتی که در اینجا هستند خود شما شاهد بودید یک چند دقیقه پیش در کانال ابو حنظله جوانمرد. بنده در پایان از اول داخل شدن تا به آخر دست برداشتم. یگان نفر میکروفون ما را مقصد باز نکرد در اونجا. شاید از ادمین هایی که در اونجا بودند و دیگر شاهد هایی هست که برادرهایی که به اکران ضبط کردگی هستند که به یگان نفر ما اجازه نبود و این ظلم است به اهل توحید. وقتی که انسان سخن میگوید اما جانی به گوش نمیکند. بالاخره مختصر سخن همین است که برادران اهل توحید به یک نفر دو نفر ما البته که طالب علم است، گرچند علما باشد هم به منهجی باطل زمانی که می رود، زمانی که یک مشرک، یک کافر، یک جهمی که عقیده کفریش آشکار و واضح به مثل آفتاب است، اومده یک مشرک رو عملش رو بعضی یعنی یک اعتقادش رو کفری است میگوید، دیگر چیزهایی که هست نشنویدم میگد. انمی ظلم است در حق موحدین، در حق طالب علم اهل سنت و الجماعه. این ظلم است. برای چی؟ برای که اون چیزهایی که شما میگوید، اون چیزهایی که از دهن معروف راسخ بر اومد و یا یگانتش قبول نیست، باید معروف راسخ اومده از نو بگوید اون گپاش. این چی احمقی است؟ این چی احمقی است؟ چی جاهلی است؟ و قسم به الله اگر همین ابو حنظله جوانمرد یک کتابی جهاد انمی 4 مذهب اگر خوانده باشد، بیاید وقت جدا کند در مسئله هجوم، در مسئله مصلحه و مفسده، من از تحدی میکنم به ابو حنظله که بیا یک کتاب مذهب، کدام مذهب باشد انتخاب کن، کدام مذهب باشد، 4 مذهب تمام کتاب هاشه، در مسئله هجوم انتخاب کن. اثباتت میکنم که در مسئله هجوم مصلحه مفسده وجود دارد و تو جاهل هستی. قسم به الله جاهل هستی. خودت چخیلی که میگوی جاهل هستی، لیکن سخنی علم ها میزنی، برآمده یک نوع گپ میزنی که به مثل علما گپ میزنی. اما یک جانب جهالت دیگرت همین است که جانب قوم پرستی همین است که با ابو حنظله خطاب من است. بنده ابو حلیمه هستم که معروف راسخه میگد که این اعتقادش کفر است، تکفیرش نمیکند، استادش میگه. اما در مسئله مصلحه و مفسده، در مسئله که شیخ ابو محمد مدنی در اون بارها صحبت کرد، بارها گشته و برگشته تکرار کرده، با دین روز
یک 10 دقیقه یک دیگر 13 دقیقه بر اومده صحبت کرد بله رسول الله صلی الله علیه و سلم از مشرکین یعنی طلب کرد در زمان ضعیف بودنش اینها گرفتن این مسئله رو صحابه ها رو روان کرد که به فلان جا روید از اونها طلب یعنی دفاع چی حمایت کنید ما را با در اینجا یک کذابی دیگر کرد که ما هم از شما دفاع کنیم گفته یک تهمت دیگر رو کرد خیلی البته زاپیسوش هست در اینجا لیکن خاص در همین مسئله مصلحه و مفسده در هجوم که 4 مذهب اجماع دارن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارها تکرار کردیم من خواهش میکنم از ابو حنظله که کدام کتاب باشد انتخاب کن با من همون کتاب انتخاب کرده خود رو از تمام 4 مذهب روان بکن در بالای همون کتاب با تو بحث میکنم که در مسئله هجوم مصلحه و مفسده وجود دارد و تو آمدی در یک مسئله مصلحه و مفسده شیخ ابو محمد مدنی رو تکفیر کردی و تمامی شاگردان و برادرای اهل توحید که در گرد و اطراف شیخ ابو محمد مدنی هستن مقلد گفتی تهمت کردی کذاب لیکن اخبار و رحمان داشته بله تکفیری بالعموم و مثل شیخ خود رو شیخ میگویی لیکن یک کافر و مشرک جهمی رو به خود استاد گفته ایستاده ای مگر تو مقلد نباشی کی مقلد است مگر شاگردای ابو محمد مدنی یگانتش اومد و از ابو محمد مدنی تقلید کرد نه با ما در تنهایی بعضی برادرها میبراید میگه برادر در فلان جا فلان سخن گفتی مگر در آیت فلان خیلی اومدگی نیست اگر ما خطا اشتباه کرده باشیم میگیم که جزاک الله خیرا در اینجا چندین برادرهایی که بغیر از من به دیگر مشایخ بر اومدگی هستن شاید لیکن در اینجا خیلی نمیشود که بر اومده یعنی آزادانه خود صحبت کنی تمام تهمت ها رو بزنی و جانب گوش نکنی خیلی که شیخ بیان کردن که بیا انا در کامنتار مسئله رو واضح کنیم آخر صحبت کنیم نه اومد متکبری کرد نه اومد این متکبری است آخر چه تکلیف یک برادر وقتی که برادر تکلیف کرد که بیا مسئله رو حل کنیم بیا در این لایف در همین کامنتاری حل کنیم نه اومدی قبول نکردی تکلیف یک برادرت رو قبول یک متکبر است آخر این تکبری هست لیکن من یک چیزی دیگر تعجب میکنم که اهل توحید چندین مراتبه ما گفته بودیم که برای موقع خود بیان کن و یک کذابی یک باور کنید من خاصتا من به دیگرها که من از نوع دیگرها گام نیزم بنده کو باور کنید من از انمین دعوتگران کذابین کو خسته شده هستم قسم به الله کو همینو رو دیوانه میشم که کذابی میکنن که چندی مرتبه وقتی که دعوت کردیم نه اومد یک مرتبه بر اومد معروف راسخ گپ زد زیرا از قوم خودش است یک بار از کجای پیدا شد برای مشکل ها هم از خاطر بر اومد یعنی این قوم پرستی میگن برادر اینجا مردم جاهل نیستن این طالب علما برای شما جهلا نیستن که هر کاری که میکنید ما فهم نداشته باشیم که این کارهای شما از کجا سر زده ایستاده است با میگوید که برایم به من رد بزنن چیکار میکنن نمیکنن بکنن عملی مبارکه فلان کرد این کرد اون کرد چینگیز خانی گفت عیناً گپی همین جهمی های امروزی رو گفته است شرم نمیکنی ابو حنظله جوان مرد از الله شرم نمیکنی که عیناً همون جهمی هایی که در کانال های خود تمام جهمی ها رو پهن کرده ایستادن جهمی و ملحدین پهن کرده ایستادن نخواد گوشی تو همین درجه را کر باشد
چشمی تو تا همین درجه را کور باشد که تو نبینی وای خدا. لیکن ابو محمد مدنی را از عقبش هستی، در کجا گفته باشد چند بارها گوش میکنی، بارها گشته گوش میکنی. چرا از معروف راسخ بارها گشته گوش نمیکنی؟ چرا کانال در اینجا شناخت معروف راسخ بدون یگان تهمت به تمام عدل، به تمام انصاف. الحمدلله برای بنده و من فکر میکنم برای دیگر برادرهای ما هم خوبتر و آشکارتر اینها روز تا روز چهره خود آشکار کرده ایستند به یک طریقه پنهانی. چگونه که ماتوریدی و اشعری سخنها رو تعویل کرده و ایستا عقیده جهمی رو پهن کردن، اینها هم معروف راسخ آهسته عقیده جهمی رو پهن کرد. گرد و اطراف هم آهسته ما کم گمانی نیک داشتیم، لیکن گمانای نیکی ما هم از بین رفت. آهسته به دیگر طریق، به یک طریق مخفیانه، به یک گفته ما به نهایت انسان‌های خالص هستیم. خدا خالص نه، شما جهلا هستی، جاهل هستی در مسئله مصلحه و مفسده که یگان نفری از شما افغان‌ها درباره حزب نهضت به مثل ابو محمد مدنی سخن کردگی نیستی، کفر و شرک و ضرر اینها رو بیان کردگی نیستی. اومده وایمه کرده میگه نهضتی ها باید رجوع کند، این خیل کرد اون خیل کرد. میگه نهضتی ها رو شاید شما نمیشناسید کی هستند، لیکن چهره واقعی اینها الحمدلله که روز تا روز آشکار شده است. روز تا روز و تا روز هستیم و هر یک شیخی که حق میگوید به مثل ابو محمد مدنی تا آخر عمر دربرش میستیم. کسی مقلد میگوید، کسی یگان سخن میگوید، برادران اهل توحید اکثریت اهل بدعت سخنش همین است. والله که برادران نزدیکترین من به من این سخن گفتگی هستند، به سبب حق خوارج شدن، غلات شدن، کافر شدن رفتن، لیکن مقلد گفتن به خاطر چی؟ به خاطر دو سه طالب علم اهل سنت یک جا جمع میشوند، اینها دیوانه میشوند. اینا فراموش نکنید. و اینها میگویند که ما باید ماتوریدی و اشعری و دیگر یعنی مرجعه و جهمی ها رو باید خرسند نکنیم. عیناً همین خود ابو حنظله جوانمرد خود بر اومده اهل بدعت خرسند کرده است. الله المستعان. یک باور کنید سخنهای میکند بیو مرحمت. اگر تو اگر دعواگری که باشی که تو مسئله رو حالی نفهمیدی، مسئله رو نفهمیده، برای همون میگیم که یک جاهل است. جاهلی که خودش میگوید انمون عیناً همون جاهلی که به مثل همون خودش گفته جاهل است. زمانی که درباره یک نفر صحبت کردی، اولا سخنش خوب گوش میکنی، بعدا دلیل ها رو بیان میکنی. یگان دلیل نه، فقط ما در اینجا دیدیم کفرها بود، این الله المستعان خسته شدگیم از این جهالت این جاهلا. یگان دلیل ندارن. تمام سخن در حق شیخ محمد مدنی گفتن، به ادبی این اون گفت، به ادب ترین انسان ها شما هستید. برای چی؟ به عدالت ترین، ظالم ترین انسان شما هستید. برای چی؟ برای که در حق شیخ ابو محمد مدنی چقدر سخن ها لندنی و پندنی و مسکوی و تمام نام ها گذاشته شد. ما یگان مراتبه معروف راسخه یگان گفتیم که این امریکایی است و فلان است. تمام موحدین تاجیک گفت که اینها همش فرزندای ملحد هستند، اینها فرزندای گرباچوف هستند. مگر ما یگان مراتبه گفتیم که این پدر و مادرش این و اون بود؟ اعوذ بالله. مگر به ادبی اول شما یک مراتبه فهمیده جهلا ای احمقا. میگه تمام افغان ها نیست. در اونجا من بودم،
ای ابو حنظله جوانمرد، از الله بترس. یک حالت که نبودی نمیفهمی، اولا تو باید سکوت کنی. سکوت است وظیفه تو. جاهل سکوت است. برای چی؟ برای که شاهدی، یک شاهد من بودم، 3-4 نفر اومدن احمقی کردن، حتی من هم برای اونها سخت گپ زدم. بله، همون 3-4 نفر خطاب به اون 3-4 نفر جاهل بود. بله، 3 نفر آخر تو که مقصد در لغت عرب خودش جمع، 3 نفر جمع نیست مگر؟ اگر از نظر شرعی هم گیم 3 نفر جمع است. چی جای مقصد مشکل دارد که 3 نفر 4 نفر اومد در اونجا بی‌ادبی کرد؟ ای افغان های بی‌ادب، ای جاهل، گفته این سخن. بله، منم در اونجا گفتم. برای چی؟ برای خطاب به همون 3-4 نفر بود. امروز میفهمیم که اینجا بسیار بودیم، از 3-4 نفر هم زیادتر بودیم. بیا خیلی غلغلی زیاد نکن، سخنهای خدای خالیس مخلص نگیر. بیا اینجا مرحمت از روی کتاب صحبت کنیم. نباشد خاموش باش. جاهلیتت را به مردم پهن نکن. احمقی و جاهلانه سخنهای جاهلانه پهن نکن. الله المستعان. مشایخ اگر یگان کس باشن صحبت کنید که باور کنید این برادر اعظم شیخ ابو حلیم حفظك الله و رعاك و بارك الله فيك و حياكم الله بياك. الله سبحانه و تعالی هر یک طالب علم اهل سنت و الجماعت و هر یک برادرانی که از اهل سنت و الجماعت هستند اهل توحید را حفظ بکند و ثابت قدم در این راه حق همه ما را نگه بدارد و حسن خاتمه را به همه ما نصیب بکند که ان شاء الله سبحانه و تعالی در نزد الله سبحانه و تعالی به چهره های سفید خسته باشیم، راست ایستاده باشیم و به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله ما را نصیبمون کند و بالاخره در جنت همنشین انبیاء و رسول و شهدا و صدیقین شده باشیم. آمین یا رب العالمین. و البته به این حسن خاتمه رسیدن، به حسن خاتمه رسیدن این به صدق ربط دارد. به صدق انسان ربط دارد. انسان همان وقت به حسن خاتمه می رسد که صادق در دینش باشد، صادق در اعتقادش باشد، صادق در حکمش باشد. انسان صادق در دین، صادق در عهد و پیمان به الله سبحانه و تعالی، صادق در اعتقاد، صادق در گفتن قول حق باذن الله سبحانه و تعالی به حسن خاتمه می رسد. چگونه زندگی کردی همان گونه می میری. من عاش علی شیء مات علیه. هر کسی که با یک چیز زندگی کرد با همون می میرد. آدمی که با دروغ زندگی کرد، آدمی که با قومگرایی زندگی کرد، انسانی که کفر هم قوم خود را دید و خاموش است و کفر دیگرها را در بالش ندیده، چیزی کفر نبوده را کفر گفته غلو میکند، البته که این کاذب است. این به همون حسن خاتمه که میخواهد رسیدنش مشکل است، زیرا که به حسن خاتمه صداقت لازم است. حسن خاتمه که به انسان نرسید عاقبتش معلوم است و مشهور است. هر باره که همچنین فتنه ها می شود، هر باره که کسان خیلی هم متهمی میکنند، دروغگویی میکنند، ظالمی میکنند، خواه از جهلاش باشد خواه از دعوای علم کردگیش که اینا بالعموم اکثریت جهلا هستند، ما میگیم الحمدلله که روز قیامت وجود دارد. الحمدلله که روز قیامت وجود دارد و از آمدن روز قیامت خیلی هم خوشحال میشویم که روز قیامت وجود دارد. ای کاش روز قیامت ان شاء الله زودتر میشد و میدیدیم.
از این فتنه ها، از این مشکلی ها، بسیاری ها خلاص می شدند و در روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی هممون یک جا می ایستادیم و مسئله ها را حل میکردیم. برای همین ما مختصرا به این جهلا میگوییم به دو جواب. جواب اول فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. ما صبر میکنیم و در نزد الله سبحانه و تعالی این خصومت ما و شما جمع می شود و الله بهترین حکم کننده ها هست که در بالای ما و تو حکم میکند. جواب دوم، با این دروغ ها، با این تهمت ها، با این قومگرایی ها هرگز هیچ کسی نصرت نیافت، عزیز نشد، غالب هم نشد و نمی شود. و با این تهمت و دروغ عقیده ما را هیچ کسی دیگر کرده نمیتواند، نتوانست و نمیتواند باذن الله سبحانه و تعالی. ما در همون راهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشتند، منهج حق، قرآن و سنت با فهم سلف این امت، صادقانه، ثابتانه پابرجا ایستادیم و باز می ایستیم باذن الله. عزت ما در دست الله است. الله کسی را خواست خارو ذلیل میکند، کسی را خواست عزیز میکند. با تهمت و دروغ هیچ کسی خارو یا زاری نمیشد، بلکه عزت در دست الله است. ولله العزت جمیعا. اما باز میگردیم به مسئله که امروز شده است. بعض از برادرها که قسمی از صحبت‌های ابو حنظله را ارسال کردند و عجبه، تعجب میکنیم از این کتمان حق، روپوشیدن حق. روپوشیدن حق، کدام حق؟ حقی که راسخ زندیق مشرک شده، کفار مشرکین را مسلمان گفته، طاغوت ها را مسلمان گفته، طاغوت پرست ها را مسلمان گفته، یهود، نصارا، کفار و مشرکین را مسلمان گفتن، با که ندارد گفته. در این باره گپ نزد و این مسئله را کفر و صاحبش را کافر هم نگفت. در نزد اینا بالعموم ما دیده ایستادیم که در اکثریتی که ما دیدیم تا به حال تکفیر عاذر المشرک وجود ندارد. معرف راسخ نه فقط عاذری است، یک خبیث مشرک است، زیرا که طاغوت ها را هم عاقبت نتیجه مذهبش دیدید که مسلمان حکمی گفته گشته است. و ما در اول می دونستیم که هر کسی که کفر به طاغوت ندارد مسلمان گفته می شود. وقتی که گفت همه را این انا همونجا مسلمان گفته کافر شده بود و ما تکفیرش کردیم در اساس قرآن و سنت و مذهب سلف صالح و باز در این تکفیر ما ثابت هستیم. و کسانی که مذهب راسخ دانستند و فهمیدند، سخن راسخ شنیدند، گوش کردند و بعد از این گفتند که نه، این سخنش کفر نیست، راسخ کفر نیست، زیرا که این سخن حق است، گویند اینا هم کافرند. اینها هم کافر. حنظله مسکین، ابو حنظله مسکین از این قصه معرف راسخ هیچ چیزی نگفت. برای چی؟ برای اینکه قوم پرست، برای اینکه ما اکثر طالب علمانی که از افغانستان دیده شدیم در اساس قوم پرستی قوم را اولین درجه میگذارند. قوم پرستی است، در اساس قوم پرستی. بله در مسئله پارلمان گفت که این کفر است، گفت، لیکن معرف راسخ تکفیر کرد یا نمیدونم نکرد، لیکن سخنش همین است که معرف راسخ رو هم در این مسئله تکفیر کرد. والله در همین مسئله تکفیر کرد، اما در مسئله دوم تکفیر نکرد. خیر حوالش به الله است. مهم این است که ما الحمدلله از حق با خبر هستیم. روز به روز چیزی که ما پیشتر میگفتیم، قومگرایی در بین اینها خیلی منتشر است. قومگرایی در بین طالب علمان افغانستان خیلی منتشر است. شما احتیاط باشید، زیرا که در همه مسئله قوم را اولویت میگذارند. در مسئله کفر ایمان هم قوم را از اولویت میگذارند. اینها اکثریتشان تا به حال به خاطر قوم شده کفری هم قوم خود نگفتند، هم قوم خود تکفیر نکردند. این ملتگرایی، این قومگرایی وقتی که ما گفتیم که هست، بسیاری انسان ها از بعضی از برادرهای افغان یا غیر افغان رنجیدند. لیکن الحمدلله
که چیزی که ما گفتیم تهمت نبود، دروغ نبود، در اساس تجربه ما بود. ما یک چند سال است که برادران و خواهران عزیز تجربه میکنیم. هر کسی چیزی میخواد بگوید. من چندین سال است که انا همین چیز رو دیدم. من خیلی بسیار دیدم برادران افغان رو که حتی در مسائل دنیوی هم اول افغان رو پیش میگیرن. رفته رفته در مسئله دینی هم اول افغان رو، در مسئله کفر شرک هم افغان رو نمیگوین. یعنی هم قوم خود رو نمیگوین. انا همچنین مریضی قوم زده دارند، مریضی قومگروگی دارند. نه فقط همه، اکثریت دارند. بله. و خفه میشوند نمیشوند باذن الله. ما تا روزی که زنده هستیم این سخن را گفته و یک جیل جدید و یک طبقه جدید از جوانهای افغان را ان شاء الله به شاگردی گرفته تعلیم داده به وای میرسانیم که قومگروگی را بس کنند. انا همین قومگروگی در افغانستان سرایت کرده و سبب تمام فتنه ها قومگروگی است. اینها وقتی که به ما بحث و مناظره میکنند افغان را اولویت میگیرند. وقتی که بین خودشون بحث و مناظره میگیرند هر یک منطقه خود را اولویت میدونند. مثلا بدخشانی ها بدخشانی را اولویت، قندهاری را اولویت. و تا امروز جنگ هایی که در درون افغانستان هم میشد بسیاریش جنگ هایی که مثلا پشتون ها اولویت به خودشون میتیند، تاجیک ها اولویت به خودشون میتیند و انا همچنین چیزها بسیار است. و این چیز خیلی ریشه عمیق دارد که باذن الله ما موحدین این قومگروگی رو و این یک مریض سرایت کننده رو باذن الله آهسته آهسته در افغانستان هم نابود میکنیم. در افغانستان هم نابود میکنیم. و این سرایت، این مریضی مشکلش همین است که در این بعضی از طالب علما دیده شده است. بعضی از طالب علمایی که دعوای اهل سنت میکنند، دعوای سلف صالح میکنند، حقیقت حال همین است که میبینید که اینها قوم خود را به سر خود طاغوت گرفته هستند، رب گرفته هستند. هم قوم خودشون کفر اکبر کند ما به این ربط نداریم، ما چیزی نمیگوییم. هم قوم خودش عذری باشد عذری را تکفیر نمیکند. هم قوم خودش چیزی باشد نباشد هم قوم خودش که کارش نیست. شما دیدید که تا به حال در مسئله مبشر، تا به حال در درس های ابو عبیدالله متوکل ما گفتیم منتشر نکنند. ابو عبیدالله متوکل پیش از وفاتش توبه کرد، لیکن همون عقیده که دارد، عقیده جهمیگی، در دستاشش در گروه هاش منتشر میشد. تا گروه تا حاضر عبدالرحمن و وارث و محمد انصاری اینا عذری های سخت‌ترین چی میکنن؟ منتشر میکنن و تکفیر نمیکنن. و تا به حال اینها شاگردانشون نامعلوم است که از کی درس میگیرد، یک بار در نزد اینها یک بار در نزد جهمی ها، و خودشون بالاخره عذری را تکفیر نمیکنن. و این معرف راسخ کجا رسد تکفیر عذری؟ خودش یکی از غلات عذر المشرک است. غلات عذر المشرک و مشرک است. حالا این یهود و نصارا را مسلمان میگه. یهود و نصارا را مسلمان بدون قرینه گفتن جایز است میگه. هیچ باکنه این کفر نیست میگه. ولی صاحبش کافر شدن یک طرف است. خودی یهود و نصارا مسلمان است میگه، همین کلمه کفر نیست میگه. والعیاذ بالله. والعیاذ بالله. این سخن گفته آدم به اجماع کافر است. لیکن من رحمت دیدید امروز دیدید انزل در این مسئله صحبت نکرد. برای قوم پیش از همه در نزد اینها، قوم مقدسات اینها، قوم از همه چیزی پیش قدم ترین اینها. جهمی ها عقل از قرآن و سنت پیش گرفتن، اینها قوم از قرآن و سنت پیش گرفتن. لیکن ما برات خود را از قوم و قومگراها اعلام میکنیم. ما برات خود را از عقل و از عقلگراها که از قرآن و سنت پیش میگیرند از جهمی ها اعلام میکنیم. مذهب ما قرآن است، سنت است، مذهب سلف این امت است و همیشه حق را حق و باطل را باطل میگیم. حق را حق، باطل را باطل. اما از بعضی از سخنهایش که حنظله میگوید که ابو محمد مدنی حمله مبارکه را فتنه گفت و در آهسته آهسته رفته میگوید که جهاد را فتنه گفت. همین سخن را دیروز در بین او گروه خواهرایی که 200 نفر زیادتر کمتر انسان بودن در اینجا گفت که جهاد را انکار کرده گفت. بله، یک دروغ بود. ببینید جهاد انکار کرده آدم کافر میشه. در قرآن جهاد است، لیکن شرط و شروط و قاعده و قوانین دارد. رافضه هم امروز جهاد گفته شده است. همین رافضه هم دعوای جهاد میکرد. حوثی در یمن دعوای جهاد میکرد. همه جهاد نیست. جهاد در قرآن است، به مراد الله رسول گفته میشود و
هر کسی به سر ما آورده هر یک چیز زدنش این باطل است. به سر من همین چیز دیروز زد. این ناعدلی، این نوجوان مردی، نام جوان مرد است لیکن نوجوان مرد این دروغ گفتن است. این بهتان آشکار در نزد همه برابر است. یکم مسئله دوم امروز میگه یعنی انا همین مسئله رو فتنه گفت. ببینید من یک چند بار جواب گفتم، حاجت به جواب گفتن نیست، لیکن من باب به برادرایم و خواهران موحدم باز جواب میگم. ما از جواب گفتن و فهمانیدن به برادران و خواهران موحدمون هرگز خسته نمیشویم. باز میگم که برادران عزیز، در مسئله های فروع بعض مسائل جزئیاتی بمانندی یک عده از مردم یک قسمی از مسلمان ها قصاص گرفتند، دیگر از مسلمان ها از این قصاص بیخبرند و ضرر به بالاشون. کسانی که قصاص گرفتن این کارشون را بهترین کار، خیلی ماشاءالله تبارک الله گفتند. عده که از این کار بیخبر بودند گفتند که این ضررش زیادتر از فایدهش بود. یک فتنه به بالای مسلمان ها شد، یک ابتلا شد، یک فتنه شد. همچنین حادثه شدنش ممکن است، بله ممکن است. همچنین حادثه را ما از سلف مثال آوردیم، بله مثال آوردیم. در همین مسئله تکفیر کرده می شود؟ نمی شود. تکفیر کننده ها در این مسئله کی هستند؟ غلات هستند، جهلای غلات. ابو حنظله در همین مسئله اولا مناط دروغ، در اساس مناط دروغ میگه تو جهاد رو انکار کردی. من دیروز گفتم نکردم. از این عبارت که در این اساس تکفیر کرده باشد دروغ است، در اساس دروغ. تو میگه فتنه گفتی، در اساس فتنه تکفیر کرده باشد غلط است. این از جمله قومگراگی بود. اون جایی که باید قوم خود را که به مانند معرف راسخی کافر مشرک بود تکفیر کند نکرد و نگفت، اون جایی که در حق ما نباید تکفیر کند کرد. این چی است؟ این غلو میگن نام این رو. و اگر علمی بگیم نفس پرستی میگن، یعنی شریعت رو در اساس فهمی سلف نفهمیدن، شریعت رو در اساس مراد الله رسول تطبیق نکردن، در اساس خواهش هوس خودش، در اساس نفس خودش تطبیق میکنه. کجا به که معقول شود این کارو میکنه. البته که در نزد الله سبحانه و تعالی ما وا میخوریم. این مسئله حالا پایان نمییابد به این راسخ زندیق مشرک و به جماعت جهلایش. این جهلا از توحید، جهلا از توحید، والله جاهل از توحید است، در نزد الله سبحانه و تعالی وا میخوریم. اما ما گفتیم در زمان حضرت علی خودشون حق میگفتند، بله میگفتند. معاویه خودشون حق میگفتند، میگفتند. جنگ میکردند. اما عده از صحابه بودند که گفتند این فتنه است. این جنگی که شد فتنه است. آیا یگان نفر از جانب حضرت علی خسته گفت که ما حق هستیم، حق رو فتنه گفتی، جهاد ما رو فتنه گفتی، کافر هستی؟ نه، نگفت. برای اون که این مسئله اجتهادی بود. فتنه به معنای گوناگون میاد. فتنه یعنی یک ابتلا و یک سنجش بزرگ. هر کسی اگر مسلمان ها در همون حادثه اگر انجام داده باشد، باید فکری دیگر مسلمان ها رو هم میکرد و در آینده هم هر کسی همچنین عمل ها را کردنی باشد باید فکری دیگر مسلمان ها را کند. اینا ابو حنظله گریه میکند که چقدر برادرهای ما رو در ترمه ها اذیت میرسانند، میکشند، قتل میکنند، کودک ها را میکشند و میزنند و قتل میکنند، زنها را در درون ترمه ها تجاوز کردند. گفته گریه کرد. برای همین این حمله مبارکه بود ما قصاص گرفتیم. بهترین انکو گوش بکن. بعد از این حمله برادرهای مسلمان تو رو در همون جای حمله کرده از پیشتره هم بدتر کردند. و درون ترمه انسانهای بیگناه را هزارها در آوردند، تجاوز به جنگ ارسال کردند، کشته ایستادند، زنها را تجاوز کردند. همه شما دیدید برادرهای عزیز. البته که این مردم از افغانستان بیخبرند از اخباری که در روسیه میشه. چقدر زنها را زده لطکوب کرده درون ماشین به حجاباش کشیده گیرون برفته ایستادند. چند زنها برآمدن از تجاوز شدن شکایت کردند بعد از این حادثه. با خبرید یا نه؟ من فکر میکنم همه با خبر است. ما همین گفتیم که فتنه. برای همین من
برادران عزیزم، به شما برادران موحد میگم که در اسلام چی است؟ لا ضرر ولا ضرار. به خودت هم ضرر نرسون، به دیگر برادرهای مسلمانت هم ضرر نرسون. یک کاری را که از نظر شریعت برای تو کردنش جایز است، اما اگر همین کار را کنی ضررش به مسلمان ها میرسد، بسیار مسلمان ها به ضررش رسیدنش ممکن است، از این میبارد که از نظر مصلحه و مفسده درست نیست، مفسدش زیاد است، نکن. این را سیاست شرعی میگن. لیکن افسوس، من چی بگم؟ آدمی که علم ندارد من چی بگم برای او؟ والله در این دنیا سختترین کاری که دیدم به آدم بی علم یک مسئله علمی را فهمانیدن است. امام شافعی رحمه الله را الله رحمت کند که گفتند کلما ناظرت جاهلا فغلبنی. هر وقتی که من مناظره کردم به جاهل مرا غلبه کرد، و هر وقتی که به عالم مناظره کردم عالم از من مغلوب شد، شکست خورد. عالم میفهمد که من چی گفته ایستادم، آخر طالب علم میفهمد که من چی گفته ایستادم. مسئله اجتهادی، مسئله از سیاست شرعی، مسئله تعلق دارد به مصلحه و مفسده، و این مسئله از اصل دین نیست. این مسئله را هیچ کس انکار هم نکرده. از نظر مصلحه خوب نیست، خطا است، فتنه است. زیرا که فایده از قصاص چی است؟ مقصد از قصاص چی است برادر عزیز؟ مقصد از قصاص همین است که تو جزای ظالمان را بدهی که اونها به تو ظلم کردند، و دیگر پیش ظلم اونها را بگیری و عبرت نشان بدی، عبرت قرار بدی. از این کار پیش ظالما گرفته شد، عبرت نشان داده شد یا نشد؟ یا برعکس ظالمان ظلمشان به بالای مسلمان ها بدتر شد، مسلمان ها را زیادتر کشتند. پس مسئله قصاص تعلق دارد به مسئله چی؟ قدرت و قوت. آدمی که قوت دارد، قدرت دارد، بعد قصاص میگه. قصاص آدمی بی قوت و بی قدرت نمی کند، زیرا که مفسده قصاص از حالت بوده 10 برابر بدتر میشه. ما در یاد داشته باشید حضرت علی را مثال آورده بودیم که کشندگان حضرت عثمان را قصاصشان را به تأخیر گذاشتند. در یاد دارید خیلی وقت پیش وقتی که این تهمت ها رو به سر ما کردن گفته بودیم که حضرت علی قصاص حضرت کشندگان حضرت عثمان را به تأخیر گذاشت. حضرت معاویه باشند گفتن نه حالا قصاص میگیریم و جنگ بین اونها شروع شد. سبب چی بود؟ سبب این بود که این محل این وقتی قصاص نیست، زیرا که قصاص مفسدی زیادتر، قصاص رو کمی به تأخیر گذاشتن بود. اما این مسئله هیچ مسئله مناط تکفیر ندارد. یک قصاص رو بگوید این قصاص فتنه برای این مسلمان های اینجا شد، فتنه در دینشان شد، به ابتلا گرفتار شدند، خطا شد، این نباید میشد و غیره و غیره. این معناش نیست که کسی اومد قرآن را انکار کرد، کسی اومد قصاص در قرآن را انکار کرد. این وقتی قصاص درست نبود گفت، شما قدرت ندارید گفته بود، و این کار شما ضررش از فایدهش زیاد است. لیکن این سخنی من رو بار دیگر میگم، اهل فهم، اهل درک، اهل علم، اهل سیاست شرعی میفهمند. و من به شما نگوید که ابو محمد کبر میکند، والله این از روی کبر نیست، مجبور هستم که بگویم. همین کسانی که امروزها از همین بچه‌ها گپ میزنند افغانستان و تاجیکستان بعضی از مسائل، والله بوی سیاست شرعی را ندارم، بوی سیاست شرعی را نمیدونم. همین علم یک علم خاص است، نامش سیاست شرعیه. والله اگر همین بوی سیاست شرعی را دانستگی باشه. سیاست شرعی دیگر چیز است، جهاد اعلان کردن دیگر چیز است. سیاست دارد اسلام، به خود سیاست دارد. اسلام حالتهای خودش دارد. حالتهای هست که این چنین است و حالتهای هست که این چنین است، مصلحت است و مفسد است و غیره. اما اینا
سبب همه فتنه اینها، سبب همه این احمقی اینها، جایی که نباید تکفیر میکنن تکفیر میکنن، جایی که نباید، جایی که باید تکفیر کنن نمیکنن. یک جای میرن سخن خوارج رو میگن، جای دیگر میرن سخن جهمی رو میگن. همه مذهب های احمقی رو جمع کردن، یک مذهبی نو، دینی نو ساختن. دینی نو اینها مشرک، کافر، یهود، نصارا و مسلمان گویی هیچ باکی ندارد. این کفر نیست، هیچ مشکل ندارد. دینی نو اینها اگر یک مسئله مصلحه و مفسده را بگوی که از نظر من مفسدش زیادتر بود، خطا بود، بگوی تو کافری. مسئله مصلحه و مفسده تو گویا انکار کردی قرآن و سنت. از نظر اینها اگر عموم تو بگویی که اگرچه ما به همدیگر اختلاف نظر داریم بیاید ما رو دفاع کنید، گویی از این عبارت که تو امام علی رحمان رو گفتی یا حزبی ها رو گفتی. از کجا اینو این غیب رو میگد؟ از کجا درونی ما رو میگد که من وقتی که گفتم که اگرچه ما اختلاف نظر داریم همدیگری رو، ما شما رو مشرک میگیم یا شما ما رو یگان چیزی دیگر میگید، بیاید به همدیگر ظلم نکنیم، بیاید ما رو دفاع کنید. اینا میگن که تو همین مقصدی تو حزبی ها بود، مقصدی تو امام علی بود. از کجا مقصدی ما رو میگن اینا؟ شاید مقصدی من بعضی از برادرای خودم باشد، بعضی از برادرای موحد خودم و که موحد است لیکن به فتنه گرفتار شده است، موحد است اختلاف نظر کردیم، موحد است لیکن اختلاف نظر کردیم در بعضی از مسائل ها جدا شده است. شاید سخن من بینه و این سخن مجمل است، لیکن افسوس، صد افسوس که آدمی که قومگرا هست، آدمی که مصیبت کسلی شرکی طاغوت پرستی هست، یعنی قومش طاغوت گرفتگی است، همیشه در دفاع قومش است، این آدم مراد همین گپای من نمیفهمد. سخنهای من سخنهایی که موضوع علمی است، موضوع که من الان صحبت میکنم موضوع علمی است، سیاست شرعی و غیره. و انا همین پلیدها بودن که ببینید هم مسلکان معرف راسخ در گروهشان سخنهای مدخلی های تاجیک آوره منتشر میکنند. آیا همین حادثه هایی که شد، فتنه هایی که شد بد است؟ والله از نظری که من نظر میکنم بد نیست، بله در اول من فکر میکردم که بد است، لیکن حالا به شما در اولا آیت قرآن میگم که الله سبحانه و تعالی میگه عسى ان تحبوا شيئا، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حالتهای می شود که تو یک چیزی رو دوست می‌داری در حالتی که این برای تو بد است، و حالتهای می شود که تو یک چیزی رو بد می‌بینی در حالتی که این برای تو خوب است. والله یعلم انتم لا تعلمون. الله میداند و شما نمیدانید. والله در حقیقت همین است. در هر یک اولی بحث مناظره و مناقشه، در هر اولی اختلاف، من میگم این کاری بد است. کاری بد شد، لیکی چی علاج؟ شروع کردن مسلمان لغوی گفتن اینا، شروع کردن مسلمان مجازی گفتن اینا، شروع کردن یهود و نصارا را مسلمان گفتن کفر نیست گفتن اینا، شروع کردن مسئله مصلحه و مفسده را تکفیر کردن اینا، شروع کردن. سوره نساء 97 برده خوارج گفته، به مذهب خوارجی رفته، همه مسلمان را تکفیر کردن همین قوم شروع کردن. همین فتنه از همین قوم برآمده شده است. سبب چی؟ سبب از جهل است. و ما مجبور هستیم که وقتی که اینها برآوردن، این جهلا برآوردن، رد میزنیم. اینا همیش جاهل هستند، والله جاهل هستند، از سبب بی‌منهجی تعلیم نگرفتن در نزد کدام علما، در کدام به مذهب تعلیم. تا دیروز تحریر، تا دیروز تحریری، تا زمانی که ما گفتیم که تحریر کفر است، شرک است، این است و آن است، بعد از این برآمد یک دو نفریش براءت کرد. اگر ما خاموش می‌ایستادیم اینا همون تحریریش که طرفدار می‌گرفت. خیلی قومگرای بی‌زیب است، خیلی چرب زبان است و خیلی بازی میکند، اکتیار و ارتیست است. به دین الله بازی نمیشه. این فتنه ها خیر است به خاطر آن که حق واضح شود. آیا همین معرف راسخ که حق واضح می شود؟ به همین منافقی مرض زندیق حق واضح می شود؟ یک مسئله رو 15 بار گفتم نگفتم حق ظاهر می شود؟ در یک مسئله نخود انسان 15 بار 20 بار
یک بار گفتم گفت، یک بار نگفتم گفت، دروغ گفتی گفت، نه راست گفتی گفت. این دیوانگی است، این مجنونی است. منافقانی که در زمان رسول الله بودن این خیلی منافق نبود. نگفتم میگفت تمام میستم این گپش، یا گفتم میگفت توبه میکرد و پنهان میکرد خودش دروغین، یعنی منافق بود. اما این خیلی منافقه که گوید صداش تسجیل است، بعد از 1 ساعت نگفتم گفت صداش تسجیل است، بعد از این با گفتم گفت. این چی دیوانگی، این چی بازی بدین الله. حالا پیش از این که این مسلمان، حالا مسلمان نیست، این منافق زندیق است، مشرک است، این انسان نیست، این جوانمرد. من جوانمرد در نظر دارم، معرف راسخ میگم، جوانمردی ندارد، معرف راسخ زندیق. و بالای این خیلی شرمنده هست، بے حیا هست. بے حیاگی دلالت به بے ایمانی میکرد و این چنین به دین الله از بازی کردن نمیترسد. مکر و حیله میکرد، حیله برای دفاع خودش. قرآن و سنت به زیر سوال میبرد به خاطر دفاع خودش. البته که الحمدلله چهره این خوبسا روز به روز آشکار شده است و این خیر است که شما شناسید که قومگرا کی هست، نوجوان مرد کی است، زندیق و مشرک و منافق کی است. سخن گفتن نگفتم گفتن کی است. از 10 سخنش 8 سخنش دروغ بودنش کی است. قومگرا کی است و زنادقه کی است، کی علم دارد و کی ندارد، کی جاهل کی است. این خیر است که جدا می شود، صف جدا می شود. رحمت الله همان وقت به بالای موحدین میاد که صف موحدین از منافقین، از زنادقه، از کذابین، از قوم پرست و قومگرا جدا باشد. اگر این خوبسا همراه موحدین باشند، هرگز به بالای موحدین به سبب این خوبسا رحمت الله نمیاد. ببینید، باید اینا شناخته شود. اگرچه در اول جدا شدن اینها شما را غمگین میکند، خسته میشوید، این و آن مشرکین شاید خرسند شود و غیره، لیکن آینده از این جدا شدن های این خوبسای مشرکین شما لذت میبرید. الحمدلله میگید که اینها جدا شده اند، صفها واضح تر شده است. به فریب اینها نروید، به دعوت اینها گوش ندهید، به مجلس اینها ننشینید. اینها اولا جاهلند، ثانیا قوم پرستند، ثالثا حیلگر و دروغگو و مکارند، رابعا بے حیایند، سادسا هر وقت انسان را فریب کرده استفاده بردنشان ممکن است. به اینها نه به دعوت جهادشان، نه به دعوت جماعتشان، نه به دعوت حزب تحریرشان، نه به دعوت یگان کارشان گوش ندید. همین معرف راسخ جهادش به دعوت میکند، همین معرف راسخ به جهاد دعوت میکند، همین ابو حنظله جوانمرد به جهاد دعوت میکند. به کدام جهاد دعوت میکند؟ وقتی که مسلمان گفتن یهود و نصارا را کافر بودنش نگفت، وقتی که مسلمان گفتن یهود و نصارا را کفر نگفت و گوینده این سخن را کفر نگفت، به همین ها تو جهاد میری. کدام جهاد؟ جهادی که یهود و نصارا مسلمان است، جهادی که مجوس و مشرکین و بت پرست مسلمان است. انا همین عقیده همین جهمی ها است. برای همین مجاهدین را جهمی ها چی میگوید؟ میگوید که اینا مسلمان کشند. شما به جهمی ها میگوید که آخر مسلمان کی است؟ میگوید قبوری مسلمان است. شما خوارجید مسلمان کشید میگوید. حالا قبوری یک طرف است، معرفی راسخ یهود و نصارا را مسلمان گفت. من آشکار واضح گفت که یهود، نصارا، کفار، مشرکین، کسی که کفر به طاغوت ندارد، مسلمان گفتن بدون قرینه باکه ندارد، کفر نیست، یعنی جایز است. این خوبسا به کدام جهاد دعوت میکنه؟ اینا غیر از نفس خودش، غیر از خودش بالا بردن، غیر از شما را استفاده بردن، غیر از شما خودشون به بازیچه ساختن دیگر کاری ندارد. باور کنید این خیلی نمیشد. این والله اگر همین رؤسای
به نام جهاد انمین راسخ باشد و ابو حنظله باشد و دیگرها باشد، احتیاط شوید برادر عزیزم. اینا اولا جاهلن، نمیدانند این مسئله چی است. ابو حنظله میگه من کفر شرک از ایمان و توحید جدا کرده میتونم. مرحمت، تو جدا کرده نمیتونی ابو حنظله. اگر جدا کرده توانی در یک مسئله سیاسی شرعی اجتهادی یک نفر گفت که از نظر مصلحه و مفسده این خطا است، آیا کفر میشه؟ تو کفر ایمان فرق کرده نمیتونی. علم نداری قبول کن، بله علم نداری. معرف راسخ از ابو حنظله، بله از ابو حنظله جوانمرد دیده ده ها مراتب جاهل تر است. امیر شما امین است، ابو مسلم است، ابو زید است. امیر شما همین است که یهود و نصارا مسلمان بود است، برادر موحدش کافر بود است برای آنکه حمله مبارکه اینها را فتنه گفته است، از نظر مسئله مفسده کافر شده است بریم. اما یهود و نصارا مسلمان گفت هیچ گپ نبود است. ابو محمد مسلمان گفت کافر میشدید برای آنکه شما برآت نکردید. اما یهود و نصارا مسلمان گفت هیچ واقع نبود است. مرحمت، همین است دین، همین است مجاهدین. مراد این مجاهدین اینا مجاهد نیست، اینا خانه نشین خوبسا هستند. این خوبسا خانه نشین هستند. مجاهد باشند چرا افغانستان مونده گریختند؟ مجاهد باشند چرا افغانستان مونده گریختند؟ ایسته بود در افغانستان. امروز جوانهای تاجیک را، موحدین برادرای موحد صادق ما رو، معرف راسخ ابو حنظله جوانمرد مثلا به جهاد دعوت میکرد. بگو جو، من نمیدونم بگو جو، اگر به افغانستان باشد چرا خودش از افغانستان گریخت و باید برادرای ما رود؟ حالا آنکه عقیده اینا باطل است، یهود و نصارای مسلمان گفت معرف راسخ هیچ باکی ندارد. یهود و نصارای مسلمان گفتند این کفر نیست، گفت جایز است، گفت. اما باشد ابو حنظله جوانمرد برآمد این مسئله را هیچ چیزی نگفت. این مسئله گفت هیچ باکی ندارد، رفت. همین است، به همین عقیده جهاد میکرد. یک نفر از بین اینها میخست و گپ میزد، من در بین اینها هم میگفت، راست میگفت دروغ میگفت نمیدانم. یک جوان تاجیک آمد در همین مسئله سخن معرف راسخ قبول کرد، مشرکین مسلمان گفت، یهود و نصارا مسلمان گفت. بعد از یک وقت فهمیدیم که وفات کرده است. به شما سوال که به کدام عقیده همین بچه وفات کرد؟ یک منذر گفتگی بچه بود. وقتی که اومد چقدر بی‌ادبی کرد، موحدین 2 مرتبه 3 مرتبه به الله دعا کردند که قاتلهم الله، که اینا چقدر به مسلمان ها می جنگند. در جنگ عقیدوی به ضد عقیده اهل سنت مبارزه می‌برند. بعد از 1 هفته 2 هفته به ما خبر آمد که همین انسان نمیدونم تولیکو یا کسی دیگر کشته است. اکو سوال است که در کدام عقیده وفات کرده. یعنی تو میخواهی مردم دعوت کنی به جهاد بری، اما نمیخواهی که در مسئله عقیده تو مصیبت کنی. یعنی تو به کدام عقیده باشی فرق ندارد، تو را باید مردم اطاعت کنند. تو به کدام عقیده باشی فرق ندارد، حمله ای تو مبارکه گفته را همه مبارکه گوید. جوان مرد ابو حنظله، تو جوان مرد شف، تو صادق شف. امروز صداقت نشان ندادی، شرمندگی کردی. وای بر حال همه علم خونده و دعوت و اینان گفته. بسم الله برو به سوالی من جواب بگو. معرف راسخ گفت که یهود و نصارا کفار و مشرکین کفر به طاغوت نداشته را مسلمان گفتن بدون قرینه مطلق، هیچ باکی ندارد. این کفر نیست گفت. همین خیلی آدم کفر میشد، به اجماع کفر میشد. همین عقیده را درست گفتگی به اجماع کفر است. اما افسوس به مذهب جهمیه رفتند و اینا چی میگن؟ وحدتی امت میخواد. میگن که ابو محمد مدنی حزب اینان. برادر عزیزم از تاجیکستان همه شما باخبر هستید که به حزبی ها اولین کسی که به این طریقه اهل سنت مبارزه بود کی است؟ به همین افغان برادرهای افغانستانی کی فهمون که استادان اینها تحریری است؟ به شما کی فهمون که راسخ تحریری است؟ کی فهمون که تا دیروز تا 3 هفته پیش از توبه کردن عبدالظاهر داعی از تحریری توبه نکرده بود؟ کی به شما گفت؟ بنده گفت. حزبی ها را کی بیان کرد؟ ما گفتیم.
اینا چی؟ حالتشون دیده شدید. جهل، پر از جهل. ما هم البته براعت خود را از این اعتقادهای باطل، از این بازی کردن به دین، از این مسلمان گفتن یهود و نصارا و مشرکین براعت خود ما اعلام میکنیم و از گویندگانش هم براعت خود اعلام میکنیم و به برادرها میگوییم که برادر عزیزم، به هر کس دعوتش باور نکن، بخصوص براسخ و هم مسلکانش، بخصوص از همین روزی بارد به ابو حنظله جوانمرد به گفته اونها کار نگیر، در تماس نباش، سوال جواب نکن، در مجلساش نشین، از گروهاش برا، به دعوت اینها لبیک نگو. اگر به یگانجا دعوت کردند، زیرا که اینا عقیده ندارند، خودشون ولی عقیده ندارند. یهود مسلمان میگوید تو را به جهاد دعوت میکرد، خودش گشت است دار زده. آیا دین فقط همین حمله مبارکه گفتن و جهاد گفتن که کامل میشود؟ مگر عقیده داخلش نیست در این مسئله؟ همین یک بار گریه کنید که برادرای ما همه اذیت و آزار میکشن، خواهرای ما را در درون تورمه ها تجاوز میکنن، گفته گیری به همین تمام است. همه فهمیده شدیم که خواهرای ما را همه تجاوز کرده شده است، ما بیخبر نیستیم ای احمق. لیکن تو موحد نباشی، تو چگونه نصرت میدی؟ دو حالت است. کمترین چیز تو لااقل خودت موحد باش، بعد از این نصرت به قدرت ربط دارد. دوم مسئله دوم این است که اینا میگن که نه، موحد گفته نشینید. مرمت بسم الله، مسلمان لغوی میگویی، مجازی میگویی، مسلمان یهود نصارا میگویی نمیگویی فرقی ندارد، رو جهاد که میگن نه خیلی نمیشه. برادر عزیزم، تو اول مسلمان شو. ما اناکنون فهمیدیم که اینها جهاد را یک مال قوم خودشون قرار دادند. اینها جهاد یک عبادت اسلام، جهاد قله بلندترین اسلام، ذروت و ثنامیه الاسلام را این 4-5 طالب علم ها، البته طالب علم ها ما نمیگیم، این جهلا که از افغانستان هستند، این جهاد را مال افغانستان، این جهاد این افغانستان گفتند. افغان ها هر چیز جهاد گویند جهاد میشده است، نگویند نمیشده است. ما میگیم که خوبت به آب میگوی ای احمق، تو رو اول عقیدت درست کن، تو مشرک عقیدت اول نقص کن، تو رو اول یهود و نصارای مشرک گفتن یادگیر، تو رو اول یهود و نصارا مسلمان گوینده را کافر گو، بعد این مسئله بگوز. تو ولی قله مسلمانی بالا به نبرو، تو اول ریشه اسلام، اصل اسلام پیدا کن، بعد قله به میبروی. تو کله اسلام گفته میگردی در حالتی که تو دین اسلام اصلش نداری، اساسش نداری، ریشش نداری، تو یک جاگیل از خری همسایت هم از اولاغ همسایت هم گمراه تری. به تو کی مانده است جاده؟ تو مشرک یهود و نصارا را مسلمان گفتنش کفر نیست میگوی، تو مشرک یهود و نصارا را مسلمان میگوی، تو مشرک یهود و نصارا مسلمان گوینده را مسلمان میگوی، تو مشرک چی جهاد؟ تو بر این مشرک 100 سال جهاد کنید با حالت نمین است. حالت نمین است. جهاد میکنی می آیی برادری لغوی مسلمانی به سر تخم میکنی. به مانند طالبان 20 سال است که ما زدیم، 30 سال است که ما زدیم، اخیرش به برادرهای لغویش اومده صحبت کرده میشنه در زیر توتیون است. شما موقعیتتون همین است. فقط شما خودتون رو نمیکشید، دیگرها رو میکشید. به خاطر کرسی، به خاطر دنیا، به خاطر رسیدن به هدفهای ناپاکی، امیری، شهرت طلبی، اول جوانهای موحد، برادرای طالب علمان خودتون، برادران طالب علم یا برادرای موحدی که این طالب علم به مانند ما طالب علم ها توحید درس میدیم، این جاهلین مشرکین برادرهای موحد ما را میگرفت است، میبرد است، جهاد میگفت است، ما را تکفیر میکرد است. عقیده خودش یهود مسلمان است، عقیده خودش جهمی مسلمان است، عقیده خودش خوبسا آذری مسلمان است، عقیده خودش اشعری ماتریدی مسلمان است، عقیده خودش یهود و نصارا را مسلمان گفته هیچ باکی ندارد است. یک تا حمله مبارکه اینها را گوید که خطا شد، فتنه شد، گفت تو کافری، تو مرضی، باید شاگردای تو باید دست اینها به کار کنند، اینها بروند، بیایند، به اینها نصرت بدهند، به اینها مبلغ روان کنند.
برادر عزیز اهل توحید، به این خوبسای 4-5 نفر این طالب علمایی که من میدونم که چقدر شما به اینها نصرت دادید. نصرت دادن به این 4-5 طالب علم جهمی حرام است. نصرت دادن جهمیگی است. نصرت دادن کفار و مشرکین است. نابود کردن هدف، نابود کردن ریشه اسلام است. نصرت دادن به همین 4-5 نفر این جهلا که شما میدونید من که در نظر دارم. یاری دادن اینها به لعنت الله گرفتار شدن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لعن الله من آوى محدثا، الله لعنت کند کسی را که بدعتکار را یاری میدهد. حالا کجا شود که به دعوت اینها به جهاد روی؟ به کدام جهاد میروی تو؟ ابو حنظله جوانمرد جهاد گفته گریه میکند، خودش در کجا هست؟ در کدام جهاد است؟ ابو حنظله جوانمرد ما را تکفیر میکند به خاطر یک حمله را او مبارکه گفته است، ما گفتیم این نامبارک شد. آیا ما دفاع کردیم کفر؟ نه، ما گفتیم ضررش برای مسلمان زیاد شد. انا همین ابو حنظله که بیخبر از سیاست است، بیخبر از بسیار مسائل است، کفر شرک فرق کرده نتوانسته شده است، کفر و ایمان فرق نکرده شده است، مسئله اختلافی فروعیت فرق نکرده تکفیر کرده است. از کجا اینها امام مجاهدین میشن؟ از کجا اینها امیر میشن؟ امیر مجاهدین البته اینها نیست، ابو محمد سعید افغانی است، ابو مسلم است، ابو مسلم منیب است، ابو زید است. اینها امیر بودند. اینها اسخر خونهشون والله گمراه. اینا نام تمامی مجاهدین گذشته هم آینده هم اینا شرمنده میکنه. اینا بر این بی عقل، انمی 3 نفر، ابو محمد سعید افغانی، ابو مسلم منیب، ابو زید، اینا بر این بی عقل، اینا بر این قومگرا، اینا بر این مردم استفاده برنده، اینا بر این مرضی حرامخور کم است. کم، من کم دیدم. اینا بر این دروغگوی و استفاده برنده. بسیار بچهای تاجیک میخوان اینو استفاده برند. برادران موحد تاجیک مسلمانی ما را خودش در یک طرف یوم به زندگی میکند، عقیده شرکی است، عقیده کفری است. تو را از مال و مبلغ نصرت دادنت را میخواد و تو را جانن یگان کار کردنت را میخواد. خودش را میخواد امیرالمومنین کنه. توف به بالای این خیلی امیرا. ما به شما نشان میتیم، با قرآن و سنت به شما نشان میتیم که شما هیچ کسی نیستید. شما ارزنده این میدان نیستید. شما غیر از نفس خود، غیر از شهرت خود دیگر هیچ کاری ندارید. از نام جهاد فقط شهرت میطلبد و این معلوم است که بسیاری ها کلمه جهاد دوست دارد و وقتی که یک از جهاد میگه همه دوستش میدارد. اینا از روی همون استفاده میبرد، از روی همون میخورد و زندگی میکنه، دیگر کاری نیست. وقتی که تو خودت خوب هستی، وقتی که تو خودت نیستی، وقتی که تو خودت جاهل هستی، چگونه دیگر آدم ها را عقیدت باطل است، عقیده نفهمیده به فتنه داخل میکنی، به فتنه تفریقه در بین موحدین را تکفیر میکنی، مشرکین را تکفیر نمیکنی، موحدین را فرزندان گربچوف میگویی، یهود و نصارا را مسلمان میگی. همین کارا نکرد معروف زندیق؟ همین کارا نکرد. گفت همه این تاجیکا فرزند گربچوف است. کافری پلید خبیث قومگرا، مرض قومگرا، زندیق. اما از جانب دیگر یهود و نصارا را مسلمان گفتن هیچ باکی ندارد. این است. امروز میاد ابو حنظله میگه که سخن راسخ رو من در این مسئله نفهمیدم. یک جاهل است. این هم یک قومگرای دیگر است. خیر بالاخره حواله اینها به الله است. الحمدلله که صف روز به روز واضح شده ایستاده است، صف انیق شده ایستاده است، دقیق شده ایستاده است. شما اکنون فهمیده ایستادید که پیش امت اسلام رو کی میگرفته است. اکنون فهمیده ایستادید که در این بین ملت فارس توحید منتشر نشدنش به کی سببگار بوده است، توحید پیش نرویش به کی سببگار بوده است، روی موحدین سیاه کردن به کی سببگار بوده است. انا همین احمقی جاهلا، انا همین جاهلا. یک قسم این جهالا خودش عالم اعلان کرده است، یک قسم این جهالا خودش پروفسور اعلان کرده است، یک قسم این جهالا خودش امیرالمؤمنین اعلان کرده است. امیرالمؤمنین اینها ابو محمد سعید افغانی، ابو
با کی بود؟ ابو مسلم منیب افغانی، ابو زید افغانی، اینا امیرالمؤمنین خودشون اعلام کرده هستند. هر فتوایی که اینا برآوردن دیگران نکرده و کافر است. 4-5 جاهل دیگرش خودش عالم پروفسور بر. اینا غیر از جهل و غیر از کبر و غیر از قانگرایی دیگر چیزی ندارد. ما برات خودمون از اینا اعلام میکنیم و توف میکنیم به این جهلا. تبا لکم تبا لکم تبا لکم، توف لکم، توف به شما، توف به شما، توف به شما. برات خودمون از شما اعلام میکنیم و بعد از این از همه برادران خواهران خواهش میکنیم که از اینا دور شوند. به علما، به طالب علم‌ها چنگ زنند. به همراهی اینها به کجای نروید غیر از شکست، غیر از دروغگویی، غیر از استفاده تو و زنت و فرزندت دیگر چیز نیست در نزد این. در نزد این زندیق راسخ و در نزد این ابو مسلم منیب زندیق دیگرش. در نزد اینها غیر از استفاده تو به مانند این خیلی کاغذ استفاده میکند تو را توف میکند به بالای تو، دیگر هیچ کاری نیست. مرمد ابو منذر دیدی؟ ابو منذری که در کانال اینها برآمد مرا تکفیر کرد، همه شما را تکفیر کرد. معرف راسخ حق گفت، مسلمان یهود و نصارای کفار مشرکین مسلمان گفته لغوی هم غیر لغوی هم میشود. یک هفته نشد مرد. ایمانی او به کی کفود؟ اکنون در روز قیامت به همون ابو منذر کی فایده میدید؟ معرف راسخ میرود فایده میدید؟ ابو مسلم فایده میدید؟ جوان مرد فایده میدید؟ یاری میدید یا نمیدید؟ اینو یاری نمیدید. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا. اینا روز قیامت میره توف میکند به بالای ابو منذر. را کارت کو میکرد؟ چی به حق ابو محمد گفت قبول نکردی؟ میگه سخن کفریه گفت، یک هفته نگذشت فوت کرد. تو میخل میکرد سخن اینها را میگویی، اینها به چیزی بوده تمیتی، جان تمیتی، حرام، مشرک، به عقیده راسخیه و مشرکیه، به عقیده قومگرایی جوانمردی قومگرایی میموری، به عقیده خوارجی پروفسوری میموری. در نزد الله تو روبروی الله میشی. کی جواب میده؟ از این خوبسا اشعری و ماتریدی را تکفیر کردن ندیدید؟ از این خوبسا آذری قوم خودشون را تکفیر کردن ندیدید؟ از این خوبسا تا ما طلب نکردیم شما براءت از تحریر دیدید؟ روز میرسد، روز میرسد که انشاءالله هزارها جوانی انشاءالله ما وراء النهر از افغانستان نباشد، از تاجیکستان، هزارهای دیگر از بدخشانی افغانستان، از نمیدونم قندهارش، از هراتش، از نورستانش، از کابلش، هزارهای دیگر از ایران موحدین به پا میخیزند. اولین کاری که میشد انمین چنین خوبسا رو، اولین کار انمین چنین خوبسا رو جزا میده. اولین نصرتی که موحدین قدم میزنند این خوبسا باید توبه کنند، از عقیده باطلشون گردند و بعد از این موحدین به دیگر راه میروند. این روز قریب است، دور نیست، لیکن در نزد الله جواب میگید، در نزد الله جواب میگید. و البته که ما در عقیده من هستیم در اساس قرآن و سنت مذهب سلفین امت. و برادران عزیز از همه شما خواهش میکنم که از این جهمی ها یک دلیل پرسید، یک قولی سلف صالح رو بیارد که یهود، نصارا، مشرکین، کفر به طاغوت نداشته ها را سلف صالح گفته باشند که کل کفار مسلم لغوی یجوز ان یسمى الکفار مسلما. جایز است که کفار مسلمان گفته شود. همه کفار مسلمان لغوی گفتن درست است، یا مسلمان مجازی. همین سه عباره به سخن واضح کلام سلف بیارد بدون قرینه بازی، همین واضح سخنی نمیخه سلف بیارد. بعد از این ابو حنظله جوانمرد بیارد که در کجا در یک مسئله قصاص مصلحه بگوید که خطا شد، فتنه شد، مسلمانان به ضررش زیاد شد، گوید این کفر بودن به دلیل بیارد. این قومگرایی غلو کرده در از سبب قومگراییش غیر قوم خودش تکفیر میکرد، قوم خودش تکفیر نمیکرد. انا همین است. حفظکم الله و رعاکم. سخن امروزی ما به همین با آخر میرسد. البته که من میخواستم درس بکنم امروز، وقتی من هم تقریبا 1 ساعت وقت دارم، زیرا بعد از 1 ساعت من باز درس قرآن به دیگر شاگردها دارم، لیکن باذن الله در مدت این 1 ساعت میخوام یک درس لااقل در باب چی کرده باشیم، در باب قدر کرده باشیم.
لیکن اگر صحبت کننده باشم بسم الله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ان شاء الله که خوب صحتمند باشین و برادرای عزیز هم که خوب صحتمند باشن. از خودتون ما یک سوال داشتم محترم، در حالتی که شما میگین که ابو حنظله جوانمرد آمد مدافع از شیخ راسخ شد، این حرفتان چگونه یعنی است؟ در حالتی که ما خود ما در لایف ابو حنظله جوانمرد وجود داشتیم، ابو حنظله جوانمرد نه طرف راسخ را گرفت و نه طرف شما را گرفت، چیزی که حقیقت بود حقیقت را بیان کرد. زمانی که شما حقیقت را یک لحظه اجازه بدین، زمانی که شما حقیقت را قبول نمیکنین و هیچ کدام شما را هم حتی تکفیر نکرد و همت براتون گفت که این اشتباهتان است، این اشتباهتان است و سخنان شما که میزنین، یک لحظه اجازه بدین من شما سوال به خودت سوال میکنم، به خود شما سوال میکنم، یک لحظه اجازه بدین صحبت سوال میکنم که ابو حنظله براءتش رو از من اعلان کرد و مرا برادر نیست گفت یا نگفت؟ شنیدی همیره؟ شیخ عزیز حرف مرا گوش کنید. یک لحظه گفت اگر من به خودت یک مرتبه دیگر سوال میکنم که ابو حنظله براءتم رو از ابو محمد اعلام میکنم برادر نمیگویم گفت یا نگفت؟ بله گفت، در حالتی که از سخنتون یک لحظه خب اشتباه نکن. انمین است به علمی خودت برادر عزیزم، توی هم از پای انمین جوهلا رفته به علم موندی. لا حول در ولا جهل یک لحظه اجازه بدین، در جهل قرار گرفته است. اگر علمای شما اینقدر جاهل باشند به شما چی میرسد؟ انمین تکفیر است برادری مسکینم، این تکفیر است، انمین تکفیر است. وقتی که یک نفر میگه که من براءتم از این فلان اعلام میکنم، این من برادر نمیگویم، میگه این تکفیر است. علیکم ورحمت الله برکاته. شیخ الله استون کنه گروه فرقه را نظر بکنین، اوزی ابو حنظله تکفیر کردگی مقوله نوشتگی است، ما روون کردیم و اگر ایدوش بوده بخونین ان شاء الله. یک لحظه میبینه. شیخ من خودم گوش کردم که در سخنهای شیخ چند کفر هست. یک دقیقه برادر عزیزم، یک دقیقه. شیخ تو زمانی که وی میخونن من یک دو سخنه که اینجا انمی آدمی که هست کذابی کرده ایستاده است. به خاطر چی؟ من هم در اونجا بودم چند مرتبه، خیلی لازم نیست دست برداشتن و دیگر نکشودن که کذابی اینها رو من اثبات کنم در جویش، لیکن اینو اجازه ندادم بمو. البته که به ادابی این ادریس امینی همین است که اومدو از شیخ مثلا درباره شیخ گپ زدگی و یا گپ میزند، لیکن یک مرتبه از معروف راسخ نگفت که مقصد معروف راسخ هم خیلی یعنی درباره معروف راسخ عموما گپ نیست، نه تحقیق است و نه گفت. یک کذاب. دو دقیقه اجازه بده که صحبت کنه. دف شد تا زمینجا. این اولاغ است، این اولاغ محکمه که خری جاهل دف شد زمینجا. ببینید گپ اینجاست که برادر عزیزم ابو حنظله براءت رو در مسئله فقهی از ما اعلان کرد. در مسئله فقهی این جاهل است داخل. ابو حنظله یک جاهل بود است. من باور کرد من تو این درجه جاهل بودنش باور نداشتم، لیکن حالا امروز چهره واقعش رو به شما نشون داد. الحمدلله که من خاموش بودم، خودش نشون داد. آمد در مسئله یک مسئله رو، یک حمله قصاصی رو من فتنه گفتم. یک حمله رو از سبب مصلحه و مفسده گفتم که فتنه شد، برای مسلمانان ضرر شد، مرا تکفیر کرد. معروف راسخ که میگوید کسانی که کفر به طاغوت ندارند، آشکار کفار میگد، مطلق کفار را بدون قرینه، یعنی لغوی و مجازی نگفته، مسلمان گفتن کفر نیست میگد. این به هیچی نمیگه، خانگرای نیست میگه. این آدمی که اینجا اومدن نه این کس این بیچاره هستند. همین برادری که حالا یک کمی پیش اومدن از افغانستان، این برادر بیچاره هستند، به فریب دوم اینها غلطیدگی هستند، به فریب دوم اینها غلطیدگی هستند، در فریب نیرنگ اینها گرفتار هستند. میگوید که ابو حنظله تکفیر نکرد، براءت ما را اعلام میکنیم گفتن تکفیر است، ما برادر نمیگوییم گفتن تکفیر است. در مسئله فقهی مرا تکفیر کرد، در مسئله اصول دین راسخ استاد راسخ این از این قولتون باز گردید خوب است، دیگه هیچی هم نیست. شما چقدر انسان مشهور هستید، همه فارسا شما را میشناسند، کمی گردید، همین است.
شیخ عزیز اجازه بدین، یک لحظه اجازه بدین که صحبت بکنیم. پیشتر برادرم میگه که شما در مورد راسخ صحبت نمیکنین، فقط در مورد مدنی و انزله صحبت میکنین. اجازه السلام بدین که علیکم و صحبت رحمت بکنیم. الله و برکاته. شیخ زمانی عزیز که چرا یک لحظه اینها در اجازه گروه بدین، در لایف ما اومده صحبت میکنن در حالی که تو اجازه لایفشان بدین که صحبت نمیکنن؟ برای که ما عادل داریم برادر عزیزم، برای که ما عادل داریم. ببینید به یکی از الوغهای اونها حالا من صدا رو باز میکنم، صحبت میکنید. ما عادل داریم، بسم الله صحبت کنم. من به عادل به انصاف. خب ببینین شما وقتی که صدا را بند میکنین اجازه نمیتین. ببینین یک چیز من از شما پرسان میکنم شیخ مدنی، همین حرف مرا لطفا جواب بدین. آیا اخلاق وقتی که ما و شما میگیم که وقتی که ما و شما ادعا میکنیم که پیرو سلف هستیم، خصوصا شما که خود را شیخ میگیرین میگیم پیرو سلف هستیم، پس آیا اخلاق سلف امی است که توهین بکنه، تحقیر بکنه طرف مقابل خدا؟ خب میتونین که با زبان نرمی و بسیار آرامی صحبت بکنیم، نه که شما ورا بد بکنین. ادریس بیادر شما 2 دقیقه توقف کنین. همین مدنی ادریس سوال شما آخرش هست یا که اول سوال به همون گپ زده روان است؟ سوال مختصر نه، حرف من همین است که آیا شما به می اخلاق خود را معاهد میگیرین؟ یعنی بار دیگر من فهمیدم سوال شما چی حاجت به تکرار است؟ نه یک لحظه من سوال میکنم بعد شما جواب ببینید مگر همین آداب است؟ حالا شما درباره آداب صحبت میکنید، مگر همین آداب است که شما گویید که من سوال دارم، سوال شما به آخر نرسد، همین آداب است؟ والله که اولا که شما مایک را بند میکنین، اجازه نمیتین که صحبت بکنه. اگر برادر عزیزم شما که همراه اولاغ صحبت ندارید، همراه یک انسان صحبت دارید. من گفتم به شما که صدای شما رو من شنیدم، سوال شما رو فهمیدم. شما میگید که نه من با تکرار میکنم، همین از آداب است برادر. خب باشه بفرمایید جواب مرا بدین. باشه جواب مرا بدین، من سکوت میکنم. احساساتی نشوید. احساساتی چی لازم است برادر ادریس؟ بارک الله فیک. من سکوت میکنم، شما جواب مرا بدین. روانی شدن چی لازم است؟ سکوت کنید. بسم الله بگید، یک بار بسم الله بگید. بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید. انا که گوش بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بفرمایید. به شما یک سوال میدم، مختصر جواب بدید تا که مقصد معلوم شد. در کجا من بی‌ادبی کردم؟ مختصر جواب سوال ما همی است که تمام سخنهای شما را گیدم، یعنی بغیر از شما هیچ شیخی، هیچ شیخ الحدیث دیگر وجود نداره. فقط شما حق هستید، بس فقط خودتان حق میدانید، دیگه هیچ کسی حق نیست. و امین است یکی از خصلت خوارج که خود را حق میدانن، دیگه همه باطل همه باطل. سعی کنین قومگراییت از شما، مذهب گراییت از شما این ببینید برادر عزیز، آیا جمله مرا دیدید برادر؟ که تو مختصر من در کجا بی‌ادبی کردم؟ 5 کلمه خاموش ایستادم. بله این آدم بگوید که در فلان 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 جا. بسیار برادرهای از افغانستان به من اعتراض میکنن که شما بی‌ادبی میکنید. من میگم چرا؟ میگن که صدای ما رو میبندید. اگر من صدای شما رو نبندم، شما 10 دقیقه اگر خاموش نشوید، 20 دقیقه خاموش نشوید، مشکلی عصبی داشته باشید، این مشکلی من است. مگر با برادر ادریس گفتم که یک مرتبه خاموش نشد. در کجا بی‌ادبی کردم؟ والله گفته نمیتواند در کجا بی‌ادبی کردم. فقط من گفته بودم که یگانه شیخ الاسلام من هستم، یگانه شیخ الحدیث من هستم، یگانه شیخ المفسر من هستم، فقط من حق هستم. انا همین بی‌ادبی من بوده است. انا همینجا برادرای هستند که از روز اول دعوت 11 سال 12 سال همراه ما هستند. یک مرتبه برادرها اگر همین سخن شنیده باشید که حق فقط ما هستیم گفته باشیم و من شیخ الاسلام گفته باشم، اگر یک مرتبه شنیده باشید، همین حاضر برآمده شما را به الله قسم میدم، قسم به الله، اگر شنیده باشید و به من نگویید، شما در نزد الله روبروی الله روز قیامت جواب میتید و شما این برادرای موحدین به چی کرده اید؟ خیانت کرده اید. بسم الله بگوید. لا والله شیخ تهمت است، والله این گونه هرگز نگفته. ما همیشه میگیم برادر عزیز، انا همین برادر عزیز ما شیخ از ایران، شیخ محقق، من شیخ میگن، استاد میگن. من بعد از برادر به شیخ برادر چی میگم؟ من میگم یک طالب علم اهل سنت است. ما خاک پای علما است.
لیکن برادر ما شیخ عزیز به ما فضل کرده، الله حفظشون کند، الله برکتشون تید. سخن ابوبکر صدیق میگیم که باز الله ما را بهتر کند، کمبودی های ما را پنهان کند و بخشد، زیرا که ما کمبودی داریم و علمی در نقص علمی داریم و غیره. اما در مسئله اینکه ما خود ما را حق میگوییم، بله ما خود ما را حق میگوییم و این حق گفتنم این خیلی نه که من فقط گپ زده روان باشم. من گریام که خودم دلیلی من گریه نیست که برادر عزیزم، ما حق گفته من گریه نمیکنم، حمله مبارکه گفته گریه نمیکنم، دلیل میبیارم از قرآن از سنت فهمی سلفین اومد. ما منهج داریم، قاعده داریم، وقتی که سلف نگفتند نگو، گفتند بگو. در کجا سلف گفتند که یهود نصارا کفار مشرکین مسلمان گفته میشن؟ اگر گفته باشند بیار، ما تا به حال ندیدیم، ما میگوییم، ما هم پیروی از سلف میکنیم. نگفته باشند تا جایی که ما گفتیم و برآمدیم، نگفتند، از کجا تو میگویی؟ همین است. این من در هیچ جا نگفتم که من شیخ الاسلام و اینو هستم. از الله بترسید برادر عزیزم، تهمت نکنید، از این صوب بیرون نشید. ببینید عزیز من چیز براتون میگم، من سخن عزیز دلم خاموش ایستادنش بهتر است. ابو محمد سعید افغانی امیر المؤمنین شده، تاجیکا را به جهاد دعوت کرده، چیکار کردنش معلوم نیست. هستم اینجا، من صداشو باز میکنم برات گپ زند، اینم یک قرات دشنام میکرده باشه، کنی ببینیم چی میگه. بفرما. هستی؟ از خری همسایشم ابو محمد سعید افغانی گمراهتر است، کذاب است. احمد فتان، احمدی که به من نوشته فتانی کرده میستی، صدامه باز کن، گفتی بازت کردم، صحبت بکن. ابو محمد سعید افغانی، جناب علامه خراسان مرتد، مرا گوش کو. من بر چی میگم؟ یک دو لحظه گوش بگو. اگر تو مرد هستی، مرد واقعی هستی. ما بارها تو را به مناظره دعوت کردیم، می اومدی میشه چقدر ما مناظره میکردی، استادا را کلش ما خواستیم. تو چون حق نیستی، یک خوارج بیش نیست، اجازه به سخن نمیتی. امیال ادریس صحبت میکنه، بعد میگه مرا وقت بده، 2 دقیقه وقت بده من صحبت کنم. 2 دقیقه. ببین ای کذابین، وقت بده میگم. انا همین انسان سبب شد که انا همین سبب شد که ابو محمد سعید افغانی سبب شد که برادر عزیزم، انا همین سبب شد که انا خوارج بر موحدین مسلمان و برادر خواننده مشرکین سبب شد که ابو منذر به فتنه همین گرفتار شده، به شرک، به کفر واقع شد، کافر مرد به سبب همین ابو محمد سعید افغانی. ما را خوارج میگه. برای چی؟ برای که یهود و نصارا را ما چی گفتیم؟ کافر گفتیم. همین به خوارج میشه. دنیا به کدام طرف رفته ایستاده است؟ کجا رفتی؟ به حقارت و دشنام گفتن که قطعی صحبت کنی. دهانت از دهان اولاغ هم بدتر است آخر. به ادبانه صحبت نکن. بیا به ادبانه صحبت کن. ببین یک لحظه اجازه بدین، من حرف آخر خودم حرف آخر خودت طرف دیگر جا میزنی. بیا ابو محمد سعید افغانی، ما به خودت به سوالت جواب دادیم که تو گفتی به ادب هستین، به ادبی هیچ حجت نآوردی. تو گفتی که شما شیخ الاسلام شما بودید. من کی گفتم؟ من در کجا گفتم؟ این فکر خودت از حسد است. حسد مدنی 2 دقیقه مدنی 2 دقیقه مدنی ابو محمد میگم حوصله کو مدنی. همین خودت سبب شدی یا نشدی که ببین مدنی 2 دقیقه خود ابو محمد یک سوال جواب. به ادب ببینه نه، این روانی است. باور که روانی است همین بچه، همین انسان روانی است. ما به ابو محمد سعید افغانی یک سوال داریم. ابو محمد سعید افغانی اگر مرد باشی، فراری نباشی، به تو یک سوال، کسی که یهود و نصارا را مطلق مسلمان گفتنش را باکی ندارد میگن، حکمش چیست؟ سوال به جواب ده. بسم الله. من باز کردم. 2 دقیقه گپ نمیزنی. اگر ما تو را مرتد گفتیم حکم شرعی را سوالی به من بار دیگر جواب ده. ای کافر مرتد، حکم شرعی به سر تو جاهل کافر مرتد از جانب خوارج و از جانب زندیق جهمی، ای خبیث برادر یهود و نصارا، ای فرزند یهود، به تو سوال. یک نفر میگوید که کفار را مطلق مسلمان گفتن
این کفر نیست. حکم همین آدم چی است؟ فراری جواب بدی. به سوال جواب بدی. ايه مرتد مر وقت بدك ما جاوبت بتم تو مرتد مر وقت ما تشخص جاوبت را بتم تو ما يكمل اینو ببینید بو بیادبی. ببینید مرتد مر اجازه یک بده بار ما را دیگر دست نکن به توی مشرک، یک بار دیگر به توی خبیث مشرک، سبب گمراه گشتن همه طالب علم ها و بسیاری از جوان ها تو خبیث هستی. تو زندیق خوارج از جانب جهمی خبیث از جانب دیگری. تو جهاد 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 میگویی. یهود و نصارا را مسلمان گفتید. با تو سوال میدیم که هر کسی که بیاید و بگوید که یهود نصارا مسلمان گفتن باکی ندارد، حکم همین آدم چیست؟ یهود و نصارا را مسلمان گفتن باکی ندارد. خوارج بگو. امیر المؤمنین خودش اعلام کرده است. بگو. ايه بس تو مره وقت بده اشتك مره وقت بده ما صحبت کنم امروز خودگاه سعی ما جواب میتم خب بگذار روانی به سوال میتم جواب از تا موضوع سوال بیرون نشو. ايه جواب سوال دو دقیقه خو روانی از موضوع لا بیرون نشو. روانی مونی مسبور خیر صفات مجازی را از کلا دیدید که موضوع روانی بیرون کیست نشو. بسم الله. نیاز به جواب دکتر کی بده. داره درست بگذار ما بر جوابت میتونم بگذار بیادر یهود و نصارا کسانی هستند که به خاطر مردنشان اشک میریزونن از موضوع بینید برادر عزیز. شما عدل دیدین برادر عزیز؟ برادر پرسیدن که چرا اینها در کانال ما صحبت میکنن؟ برای که ما عدل داریم. ما میخواهیم که حق ظاهر شود. برای که ما نمیترسیم. برای که ما در عقیده‌مون حجت داریم. قرآن، سنت، فهم سلفین امت داریم. برای که ما فراری نیستیم. برای آن که ما مردم استفاده نمیبریم. پول مردم استفاده نمیبریم. خون مردم استفاده برده خودمان را امیرالمؤمنین اعلان نمیکنیم. برای آن که ما یهود و نصارا را مسلمان نگفتیم. ما جای ترسمون نیست. برای همین هر کسی میخواهد که مثل انسان صحبت کنه بسم الله. اما این منافقین زنادقه مثل انسان صحبت کرده نمیتوانند. من سوال دادم. سوال من واضح بود. هر کسی که میگوید که یهود و نصارا و مشرکین و بالکل مطلق کفار را مسلمان گفتن بدون قرینه کفر نیست، حکمش چی است؟ این مسئله برادران و خواهران عزیز، اینجا 240 نفر است. من خطابم به برادران و خواهران موحدم میکنم. درون این به گمراهش هم از غیر گمراه بعضی هاش هست. برای خطاب من برای برادران موحد است. برای شما خطاب میکنم که اهل توحید، یک نفر بیاید و گوید که یهود، نصارا، مشرکین قریش، بودیست، مجوس را مطلق بدون لغوی بدون مجازی مسلمان گفتن کفر نیست. همون آدمی که یهود مسلمان میگه هیچ باکی ندارد مطلق. یعنی همین شما چی میگید؟ موحدین هستین؟ به من جواب بگین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او انسان کافر و مرتد از ملت ابراهیم خارج می شود و ملت ابراهیم انکار کرده بگه میشه. حفظك الله و رعاک. یگان نفر دیگر موحد است؟ السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. کفار یهود و مشرکین مسلمان خطاب کند، این شخص خودش کافر است با اجماع سلف. هر کسی که میگوید که باکی ندارد مسلمان خطاب کردن کفر نیست میگد، این حکمش همین هم کافر است. احسن. انا این جوابی موحدین است. موحد. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر. شیخ الله جزای خیرتون تا هر کسی با کفر نگفتن اینها را کافر ندونستگی اینها را کافر ندونه اونم کافر میشه. او بدتر کافرتر و بدتر زندقتر و بدتر و منافقتر است برادر. حالا انا همین معروف راسخ زندیق آخرین سخنش همین است که کفار را بدون قرینه هم مسلمان که گفت کفر کنست گفت، این کفر نیست گفت. و ما همین گپه که کفر گفتیم و صاحب این قول تکفیر کردیم به همین خاطر اینها ما را مرتد میگید. فهمیدید؟ یعنی
یهود و نصارا رو کسی که مسلمان میگوید این کافر است، مسلمان گفتن یهود و نصارا کفر است گوییم، برای همین ما خوارج شدیم، برای همین ما کافر شدیم. والله این سخن آذری هایی که چند سال پیش بحث و مناظره میکردیم این سخن نمیگفتند. انا همین ابو محمد سعید افغانی خودش امیر المؤمنین افغانستان گرفتگی است، جوانهای تاجیک به جهاد دعوت میکنه. به کدام جهاد من نمیدونم. انا همین انسان همین عقیده را دارد. برای چی؟ برای آن که مرحمت معرف راسخه همین سخنش حق میگه. در کانالش محمد شریف عبدالعلیم دادرش طاهر، محمد شریف که میگه که اتئیست کمونیست و ملحد را، کمونیست را ما پیش از تکفیر کردن اول برادر میگیم، اول مسلمان میگیم، اول حجت میفرستیم، بعد از این کفر میگیم. سخنی همونها را برد است در گروه صادقین امت گفتم است. انمینها برادر عزیزم، جوانها شما را گمراه کرده است. شما را همینها به جهاد دعوت میکنه. من سوال میدم که معرف راسخ بوی جهاد، مسئله جهاد نمیفهم. ابو محمد سید افغانی هم بوی مسئله را نمیفهم. ابو محمد یا کی بود این ابو حنظله جوانمرد هم نمیفهمد. اینها علم ندارد و در بالای این سخن کفری معرف راسخ به گپ نمیزند. هم قومش است. من ببینید سوال دادم به یک زندیق کافر، جواب دیدید حقارت و دشنام از موضوع گریختن. سوال دادم به موحدین، یک جمله کتی جواب داد. من حالی یکی از اینها را باز میکنم، سوال من بدانم. من باز میکنم ابو محمد سعید افغانی را باز میکنم. الله شاید هدایت کنه، شایسته هدایت باشد الله باشد. بله برادر، اجازه است شیخ، معذرت میخوام. یک مرتبه این سخن معروف راسخه از اولش تا آخرش گوش کنید، بعدا سوال کنید که شاید بعضیاش مقصد خوب انکار کند که نه ما نشنیدیم. بارک الله. بسم الله گزارید برادر. الحمدلله مردم ما بناحق تکفیر نمیکنن، با گمان نمیکنن. مسلمان لغوی کلگی گفتم، اسلام لغوی، ایمان لغوی، مؤمن لغوی، ایره کل سلف استعمال شده گیست. اما آدم هم خونم میگه، گفتم کافر نمیشه. در مسلمان لغوی مسلمان نیست، مؤمن لغوی مؤمن نیست، تا که مؤمن شرعی یا مسلم شرعی نباشه. ایره کسی کفر نمیگه. اگر یک کسی نظر با بعض گناه را از یک کسی ببینم بگوی مسلمان است، مثلا کسایی که در کفر به طاغوت ندارن بگوی مسلم لغوی است، مسلمان لغوی است نه شرعی، این کافر نمیشه. این خود از خود سلف چه قانه چیز است وجود داره، شما شاید دیده باشید اقوال وجود داره. سلف صالح مؤمن به معنای لغت که بیایی درجهش اسلام بالاست، مسلم هم میه به معنای لغت. ولی ما گفتیم که در قرینه طبعا آدم یک کس کافر باشه او را چیز نمیگه مگر در جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنه در کفر خو واقع نمیشه. کسایی که پرسی را میفهمید آخرین نقطه از اول تا آخرش سخنش باطل است لیکن همش کفر است، لیکن آخرین نقطه آخر دو جمله، یک جمله آخری راسخ زندیق گوش کرده میگه که غیر قرینه هم که گوید کافر نمیشد. کفر نیست، کافر نمیشد. برادر همین جوش با آورده یک بار دیگر اگر میموندید کمی همین جمله را شما دیده سه ای مقلدین علماتنا احبار و رهبان گرفتین ای یهود صفتو ببینید جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنه در کفر خو واقع نمیشه. دیده یعنی میگوید که کفار مشرکین به قرینه استعمال میکنه، یعنی کفار مشرکین مسلمان نگوید، مسلمان لغوی مجازی گوید. اما اگر غیر قرینه هم استعمال کردید کفر نیست میگه. یعنی مسلمان یهود و نصارا کفار مشرکین نگفتید و لغوی نگفتید، قرینه لغوی را نگفتید، مجازی نگفتید و فقط مسلمان گفتید، این کفر نیست میگه. یهود و نصارا را یک نفر بیاد و گوید که یهود و نصارا مسلمان هستند بدون قرینه، همین کارش کفر است یا نیست؟ خودش کافر میشود یا نمیشود؟ در نزد این جهمی ها بنام خودشان زورن و بهتانن مجاهدین میگه، این خوبسای خونخورها، این
به مانند ابو مسلم و استادش ابو محمد سعید و به مانند این زندیق محمد معرف راسخ هیچ باکی ندارد. میگه یهود و نصارای بدون قرینه هم مسلمان گوید کفر نیست. میگه انا کن یک بار دیگر من مایکی ابو محمد سعید افغان باز کردم، جواب میگویی به همین سوال یا با بدشنام و با به فرار میزنی؟ فراری شیخ همین ابو حنظله در کانال خودش پیامک بازی دارد، اگر در اصل جوانمرد باشد بیاید بیان کند. سبحان الله. بیاید مرحمت او به نزد خواهرام ما گفتیم که نرود، اینجا بیاید، انا حاضر بیاید. شیخ الله استان کنه مدنی از الله بترس اجازه بالله نجس مشرک. شیخ ببینین به اصل موضوع باز میگردیم. منظور ما بود که یعنی که جهالت حنظله را بیان بکنیم. در همین موضوع این خبیث نجس صحبت نمیکنه. ما صحبت حنظله را میگذارم همینجا، اگر صداش بیا به ما بگین. همین موضوع در همین موضوعی که شما سوال دادین در این موضوع بیان کردگی است، گویا نفهمیده، یعنی که معلوم میشه که این تحقیق نکرده اومده تهمت دروغ میگه. ابو حنظله دروغ میگه. من دیروز به ابو حنظله گفتم که معرف راسخ نمیخل گپا را گفتین زندیق، چرا این مسئله به گپ نمیزنی؟ من دیروز گفتم. گوش بکنید. بگذار وقتی که مشخص و واضح و روشن است خطایی که تو کردی برای نگویی که برای من خطا کردم که کفر انجام دادم که کفری بود، اینو بیان نکنید. در بین مردم فایده نداره که 100 مردم نداری. یک دقیقه 100 مردم نداری چیکار کنی؟ تو نماز انداختن. بیای از خطاهای خودت که کس صحبت کنی اونها رو پنهان کنی، اینطور که نمیشه. اینطور نمیشه که خود حق بگیری و طرف یک دقیقه یک دو دقیقه پیش کنم. اونطوری که در دعواهای تبلیغ خودم میکنم که کسایی که هر کسی که کفر به طاغوت نداشته باشد او کافر است بدون شک. گفتن نمیتونه، یعنی فرد نمیتونه هم عبادت غیر الله را بکنه، عبادت غیر الله را بکنه یا عبادت الله را بکنه. طاغوت کفر به طاغوت نداشته آسمان نیست. اما این واضح چندین بار است که میگه من نگفتیم هدف من نیست. اگر من شما تو میگه من اینجا بیان کردیم، اما داری که در دعواهای تبلیغ خودم میکنم که کسایی که مسلمان نامنهاد است، نامنهاد شما میفهمید تقریبا 1 میلیون مردم خود سلام میزنه که مسلمان هستی. هدف از این کسایی است که مسلمان خود میگیره مورد تذکره مسلمان است، هم نماز میخونه، هم شرک میکنه، هم روزه میگیره، هم کفر انجام میده. این هدف این مسلمان ها از این دو نامنهاد است که ما میگم میگم همیشه رسالت خود میگم با مسلمان های نامنهاد. اما اگر راسخ گفتن باشه که نخیر کسی که کفر بر طاغوت نداره او مسلمان است، این بدون شک کفری است. بله شیخ گوش بکنید که در اینجا چی گفت. یعنی که در دنیا میگه 1 میلیارد مسلمان هست، اما میگه شرک میکنن. ما همونو رو میگه در نظر داشتیم که اینو یعنی که نزد خودشون مسلمانن. متوجه شدید؟ این عقیده این یعنی سخن جهمیه. یعنی هم نماز میخونن هم شرک میکنن. عیناً سخن ابوالغریب خیلی که گفت که یک انسان با عمل ظاهریش که مقصد اسلام است ما را مسلمان میگیم، اما یک کفر شرک انجام میدم و مشرک میگیم. عیناً سخن ابوالغریب. سخن معرف راسخ این مسلمان نماها را گفته ایستاده است. میگه معرف راسخ مسلمان نماها را نمیگه، از سلف است. از سلف. بله برادر عذر زیاد عذر جای در کنم. بله اول گفت که من مسلمان نماها رو گفتم، لیکن بعدا گفت که این اصطلاح شرعی است. گفت اصطلاح شریعت است. گفت سخن خودشه. ما بار دیگر گویم شیخ از معذرت خواهی میکنم، ما بار دیگر به ابو حنظله میگیم که مسلمان نما گفتن به ما ضدیت نداره. خودت هم میگویی، منم میگم، ادعای مسلمانی میکنن، مسلمان نما هستند، این به هیچ کسی ضدیت نداره. معرف راسخ مسلمان گفتن کفار مشرکین میگه اصطلاح شرعی است. آخرین سخنش همین است که میگه یهود نصارا کفار و مشرکین را بدون قرینه مطلق مسلمان گفتن کفر نیست. بیاید ابو حنظله، حاضر ما میدونیم که همین صحبت‌های ما رو گوش کرده است. ابو حنظله بیاد به این سوال ما جواب بگوید. دیروز در نزد خواهرها رفت، انا بیا به نزد برادرها. این کانال برادرها است. انا اینجا بیایو حالا به همین سوال ما مرد شود یک نفر از برادرایی که از افغانستان هستند و جانبداری که معرف راسخ یا این مسئله به میانه روی کرده میخوان. ما برای که برادرای موحدی صادقی از افغانستان داریم که برات خود اعلان کردن از معرف راسخ به غیره. ما این مذبذبا به این سخن میگیم. ابو
حنظله بیاد همین سوال من فقط همین یک سوال با جواب تیاد. بعد از این صحبت شروع میکنیم. کسی معرف راسخ صداش میگذاره. معرف راسخ در صداش میگوید که بدون قرینه هم گفتن، یعنی بدون لغوی، بدون مجازی مسلمان گفتن کفر نیست. میگه یهود و نصارا را مسلمان گفتن کفر نیست. گوینده آدم حکمش چی؟ من صدای این بی‌ادب ابو محمد سعید افغانی را باز کردم. آخر این بی‌ادب است. این جواب نمیگوید. این ما را بدشنام کردن مشغول است. امیر المشرکین، مشرکا به امیر شده است. فکر میکرد که این به ما هم امیر است. این احمق. خیر یک بار دیگر باز میکنه. کنی ببینیم چی شد. مدنی از الله بترس اجازه بده که من صحبت کنم. تو مایک من رو بسته کنم چه قسم جواب تر؟ با سوال من تو مایک من رو بسته نکن که من صحبت کنم. این من نیازم نمیبینم که در کانال تو بیام به حرفم. خب ولی همه قدر برات میگم اگر واقعا مرد هستی که ما خاموشه کرنا من با تو سوال میکنم. کسی که یهود، نصارا، مشرکین را که انا همون کافرها را مسلمان گفتنش بدون قرینه کفر نیست میگه. همین سخن گفتگی حکمش چی؟ بسم الله. اگر حقا باشی، بازی نکننده باشی، فریب کننده و نیرنگ باز نباشی، صادق باشی، بسم الله. به همین سوال جوابگو است میریم به پیش. بسم الله. باز کردم میکروفون. ابو سعید غمخوار پوتین مرا تو اجازه بده که من صحبت کنم دیگه. تو مایک مرا بسته نکن دیگه. نه تو این نوجوان مردی توسته که تو مایک مرا بسته میکنی. ببین بازم به تو تکرار میکنم، مرد هستی بیا مباهله میکنیم تمام میکنیم قصه را که بفهمن دوستا هم با خبر شون که تو چقدر مکارگی تو انداخته. تو یک مناط کفری نداری، ده ها مناط کفری تو را الحمدلله ما ثبوت کردیم با دلایل قرآن و سنت. همین برادر عزیز، همین 263 نفر همینجا هستید. همین از روی انصاف است. ببینید شما میگید که ابو محمد مدنی، یک لحظه، ابو محمد مدنی تو زود محکم میکنی. میگی من نباز کردم اصلا از موضوع بیرون است. شیخ عزیز تفضل بفرمایید. حفظك الله و رعاک. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب الشیخ. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بله من تازه وارد شدم. با این آقای ابو سعید هست. شما سوال می‌فرمایید. متاسفانه ایشون با فحش و ناسزا وارد میشن. ما به اینها کلامی داریم که آقای ابو سعید افغانی این صدا و به اصطلاح فرمایشات جناب شیخ رو و همه محققین رو و همه مشایخ رو همه مسلمان ها شنیدن، چه در ایران چه در افغانستان، همه جا. شمایی که قبلا بدون هیچی اگر جناب شیخ صحبت میکردن سریع کتاب مینوشت، الان شروع رو بفرمایید کتاب علمی که ایشون نوشتن بیا جواب علمی بدید. چون ما تا جایی که اطلاعات داریم به اصطلاح نمیدونم اطلاعاتمون ناقص هست یا نیست. جناب عالی کجا درس خوندی؟ استادت کیست؟ چند تا تالیف داری که حداقل بیان مردم بشنون و اون به اصطلاح مسائل و علمی شما را حداقل ما ببینیم و واقعا قضاوت بکنیم. تا جایی که ما میدونیم فقط شما میایید و فقط از گفتار آقای راسخ که کفر مطلق هست در گفتار کفریشون هیچ شکی بین مسلمانان نیست دفاع میکنید و اندک حرفایشون رو میخواید توجیه بکنید. اما متاسفانه این همه دلایل و این همه تغییراتی که جناب شیخ حفظه الله نوشتن، دیگر محققین نوشتن، دیگر مشایخ نوشتن، متاسفانه شما میایید و چیکار میکنید؟ اینها رو گوش نمیدید. مثل همان است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، مثل که بر گوشه ها و چشم ها همه چیز شما اون فهم شما الله رب العالمین پرده انداخت. اینجوری نیست شما میاد فقط وارد میشد و با فحش و با ناسزا و نمیدونم با مسکوی گفتن اینها، این اهانت هست. یک از نشانه های منافق همین است که در بحث فحش میده، در بحث وارد میشه اصلا متاسفانه رعایت نمیکنه. و جناب علی از همونها هستید، شکی در این نیست. و اگر مرد هستید شما بیاید واقعا بیا به صورت علمی یک بحث مشخص بکن از کتاب. جناب علامه ایران گوش کن آقای گوش کن برات گوش کن. علامه نیستم، گوش کن، مؤدب باش، گوش کن، مؤدب باش، گوش کن. آقای عزیز مردم علامه ایران گوش کن. در میان حرف مردم، در میان حرف کسی پریدن این بیادبی هست. گوش کن آقای عزیز، گوش کن یه لحظه. خب داشتیم میگفتیم شما بیاد یک بحثی رو از کتاب جناب شیخ نوشتن، یک بحث رو مشخص بفرمایید و به صورت علمی جواب بدید. اونجا مشخص میشه آقا مرد میدان کیست،
چقدر در چانته خودتون به قول خودتون دارید؟ این که بیاد در میان مردم اینجا 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر هستن متاسفانه با حرفهای رکیک و اینها بی‌ادبانه بزنید خوب نیست جناب آقای ابو سعید افغانی. من نمیدونم مجاهد هستم، من رئیس فلان هستم، شما آقا بیاید ریاست و امیر و نمیدونم امیرالمؤمنین خودتو با علم ثابت بکن. جناب شیخ به صورت علمی وارد شدن، به صورت شخصی وارد نشدن، به صورت ملیتی وارد نشدن، به صورت دشمنی وارد نشدن، به صورت علمی حرفهای آقای راسخ را رد کردن و دشمنی با کسی ندارن. آقا شما بیایید به صورت خیلی انسانیت، به صورت منصفانه، به صورت علمی جواب بدید که آقا فلان حرف بر اساس قرآن، بر اساس حدیث و بر اساس گفته سلف امت اشتباه هست. بفرمایید بیایید اینجا. اینجوری نیست که شما بگید آقا هر چی که خودتون گفتید و بافتید و با فهم خودتون به اصطلاح درست کردید اون درسته. نه عزیز من، شما فهم خودت رو، فهم آقای راسخ رو، فهم دیگران رو که ازشون دفاع میخوام بکنن، فهم به اصطلاح خودتون مجاهدین لقب دادید خودتون رو، بیاید عملتون رو، گفتارتون رو با قرآن و سنت به فهم سلف امت مطابقت بدید. بحثی داریم ما نداریم که اگر بیاد نه فلان بکنید فلان بکنید. اینها حرفهای به اصطلاح رکیکتون جایی رو برای شما به اصطلاح باز نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه امروز روز علمی هست، بحث علمی هست، همه چیز به صورت شفاف و واضح و همه چیز مشخصه. این همه سالها گذشت، به اصطلاح افراد دیگه نوشتن، اون دیگه گذشتن، اصل رسانه هست، بحث علمی هست. بازم خواهشم میخوام تکرار بکنم، بیا شما یک صفحه دو صفحه فلان بحث رو مشخص بکن به صورت علمی. نمیخواد اینجا بحث بکنی، به صورت علمی بده کتاب. شما که اصلا در نوشتن کتاب که الحمدلله قبلا اندک صحبت میکردن جناب شیخ، شما کتاب مینوشید تکفیرش میکردید بدون مناط. یکی بعد جناب شیخ همین مسائل که شما جمع آوری کردید که نمیدونم آقا ما چند تا مناط داریم برای علیه نعوذ بالله تکفیر جناب شیخ، آقا همه مناط ها رو حضرت شیخ جواب دادن. گفتن که آقا اگر چنانچه اینجا اشتباهه ما استغفار میکنیم، ما توبه میکنیم. اما متاسفانه طرف شما دهها کفر گفت با مناط های تکفیری که خود سلف ثابت کردن، به اصطلاح کفر گفتید. هم چه بگم، با کدوم نمیدونم کلمه رو استفاده بکنم. نیامد بگه که من اگر چنانچه برداشت شده فلان شده مثل ماها با استغفار و توبه میکنم. نگفتید. چرا؟ چون تکبر جلوی چشمتون گرفته. این غرور شیطانی هست. از این غرور بیا پایین. آقای سید افغانی، آقای راسخ و امثالهم، به خاطر خدا بیایید، نکنید این کار رو. در بین موحدین اختلاف ایجاد کردید. الان جوان‌ها، اکثر جوان‌ها در البته در کشور ما، در کشور خودتون دو دله شدن که چیکار نیست. شما دارید حرفهای دشمن رو، حرفهای دشمنان اسلام رو در قالب اهل سنت و سلفیت میخواد بزنید. اینا متوجه هستن، همه موحدین، همه جوان‌ها، همه محققین متوجه هستن. ای فلان و هی علامه ایران و هی فلان، این چه علامتی؟ این چه حرفایی هست؟ حرفای بسیار بی‌ادبانه هست، در چارچوب ادبیات بحثی نیست. از خواهش من این هست که شما مؤدبانه وارد بحث بشید، بیاد به صورت علمی پاسخ بدید، به صورت قلمی پاسخ بده. چرا اهانت میکنید؟ تا از شما معذرت خواهی میکنم، از شما معذرت خواهی میکنم. حالا به من یک فکری خوبه به سرم اومد. بیاد شما اینجا یک بین ما و بین اینها در میانه باشید و به من هم یک 2-3 دقیقه وقت بدید، به اونها هم 2-3 دقیقه وقت بدید و من از اونها یک سوال دارم با واسطه شما برادر عزیز شیخ بزرگوار. سوال من این است، هر نفری که میگوید که کفار را مطلق کلمه کفار را میگیرد، کفار را بدون قرینه مسلمان گفتن کفر نیست، حکم همین انسان چیست؟ بسم الله، همین سوال را ما میکنیم، یگان تحقیر نکردیم و نمیکنیم. بدون تحقیر ما خواستیم جواب بگویم. بسم الله شما من طلب بکنید که چی میگه؟ بدون تحقیر صحبت کردن نمیتونم. السلام علیکم. اجازه قمری اجازه بده کسی. خب اجازه بدین لطفا مایک بستن. والله باور کن آقای سید افغانی، آقای علامه ایران، شما 2 دقیقه مرا آقای عزیز، علامه نیستم، بنده خدا من علامه نیستم. اجازه بده من وقت میدم بهتون. جناب شیخ فرمودن، جناب شیخ ابو محمد. آقای عزیز شما چند دقیقه میخواید صحبت بکنید؟ 3 دقیقه‌ای هست، 2 دقیقه میشه که جناب شیخ فرمودن. آیا حاضرید بدون اهانت و به صورت مؤدبانه چند دقیقه به شما وقت بدیم؟ شما بفرمایید بس که سوالی که جناب شیخ مطرح فرمودن جواب بدید. جناب علامه ایران، من به شما پیشترم گفتم ما اجازه بدید. ببین اینا بیادبتون ببینید دقیق. نه شما صحبت کنید، جوابش شروع کن. شیخ سلام.
آقای سید افغانی سوال جناب شیخ رو خیلی واضح فرمودن. اون کسانی که بدون قرینه اینها کفار و مسلمان بگویند نظر شما لطفاً به جواب درست بپردازید. ببین علامه ایران، ببین ما به شما میگیم اگر واقعا میخواین که حق هویدا شود، الحمدلله نزد اهل حق هویدا هست و ما هم نیاز نمیدیدم که ما در کانال مدنی بیایم، ولی به اصرار بعضی موضوعات بالاخره داخل کانالشان شدیم که خود مدنی هم شاهد است که ما داخل کانال از این نمیشم. پس بیایید مناظره آزر میکنیم، جلسه را میگیریم، مناظره را تشکیل میتیم، استاد راسخ خودتان کلگی را میخوایم، استاد میشیم و در آخر که نشد مباحله میکنیم، تمام قصه را تمام میکنیم، مثل که با امروی مبشر کردیم امروی مدنی هم میکنیم، همین قصه را تمام میکنیم. درست است؟ قبول دارین؟ جناب عمر اسمتون توجه بفرمایید. خواهش میکنم. یک لحظه. اولا همراه مبشر ما مباهله کرده بودیم. این ابو عمر صلاح الدین کرده بود با چاپ دیگه. همراه ابو عمر صلاح الدین همراه من کرده بود و من این مسئله را پیشنهاد به ابو عمر کرده بود. همراه ما ابو عمر برآمد بحث کرد. اساس این بحث و مناظره از من بود. به خودت نبر. تو نبودی، تو خودت عذر جهل گفته میگشتی. ثانیا حالا پیش از این که به این بحث و مناظره روی، تو همچون یک موحد، تو همچون یک امیر مجاهدین، تو به سوالی که من دادم به واسطه شیخ جواب بگو. تو این جوانها را به جهاد دعوت میکنی، ما را کافر میگویی که جهاد را انکار کردیم، دروغ میگویی. بسیار جوانها را داری این طرف اون طرف دعوت میکنی. تو حالا موحد بگو که امیر المؤمنین و سوالی داده ما جواب بگو. اول جواب بگو، بعد مسئله مناظره رو دیده میبریم. بسم الله جواب بگو به سوالی که من دادم با واسطه شیخ. بسم الله. من خاموشم. بگو جواب بگو. بفرمایید آقای ابو سید، بفرمایید. جناب علامه خراسان ابو علامه رو ولش کن. آقا شما جواب جناب شیخ رو بدید. آقای گوش کن. وقت بده دیگه. خود تو چرت بکنی، ما گپ زدن نمیتونم باز دیگه. آقا شما پاسخ نمیدی، حاشیه میدید عزیز من. حاشیه نرو، حاشیه لا حول ولا قوت. بگذار علامه. آقا عزیز من، جناب شیخ سوال فرمودن کسی، آقا بکن خیلی خلاصه، کسی که یک فرد کافر رو مثل یهود و نصارا بدون قرینه مسلمان بگو خب فهمید. بفرمایید جواب رو. بفرمایید جواب رو. بفرمایید آقای ابو سید. ببینید ما به شما بازم مکد لا حول ولا قوة الا بالله. ببینید الله حول ولا قوة. دو دقیقه بیسیم که من صحبت کنم دیگه. ما منتظریم. بفرمایید. لا حول ولا قوة الا بالله. تو مقصد بگذار خلاصه. جواب لعنت کنالا چی مسخره داری؟ گبز آخر رو سیا طور مجایده. بفرمایید. ببین علامه خراسان نمیدونی میخوای بخندی. علامه خراسان نه جواب. جناب شیخ عزیزم، جناب شیخ اینو صداشو ببندید، ساده اینو ببندید بی زحمت. جناب شیخ عزیزم، همه شنوندگان هم بیننده و اعضا، این آقا جواب نداره، فقط میخنده. خواهش میکنم شیخ محقق ایرانی، یک خواهش دیگر هم از بنده است. الله سبحانه و تعالی همگیتون حفظ کند. بیایید خیل میکنیم. باز میکروفون هم رو میبندیم. هیچ خیل نکنیم. دو دقیقه ما بر شما چی میگم، بیاید مناظره. یک دقیقه. ای به ادب جاهل. دین روز اومده از ما بعضی چیزا سوال میکرده که امروز گپزن شید. تو خب جاهل احمق. الان اکنون دیگرها خواهش میکنیم که میکروفون هاش چی نکنند، یعنی که باز نکنید. یگان کس ماند به سوال شیخ با واسطه شیخ محقق جواب بگوید، جواب نگوید، از این میبراید که اینها استاد پرست و قوم پرستیان در همینجا معلوم میشه. دیگر برادرها از دیگر برادرها خواهش میکنیم که یگان نفر میکروفون رو باز نکنند. بارک الله فیک. جزاک الله خیر. جناب سید افغانی، سوال مشخص است از طرف جناب استاد. شما خواهش میکنم به حرفای حاشیه نپردازید، وارد بحث بشید، وارد جواب بشید، نخندید و علامه ایران و علامه خراسان نفرمایید. ما خیلی مؤدبانه میگیم آقا وارد بفرمایید. جواب جناب شیخ در دو کلمه هست. آیا طرف کافر هست یا مسلمان است؟ بفرمایید. اگر داری با دلایل بفرمایید. ما منتظریم. تفضل. بفرمایید. آقای سید افغانی بفرمایید.
سعید افغانی کجا شد؟ بفرما. یک سوال است، یک سوال عادی است و ما به پیشنهادی که سعید افغانی کرد که یک مناظره علمی همراه مثلا اینها بکنیم، ما راضی هستیم. بله هیچ مشکل ندارد. من از اول گفته بودم که بیارین اینجا همین مشایختونه زنده و مردهش بیارین به کتابهاش، ما هم میایم اینجا به آداب و به اخلاق بدون تحقیر. آداب همین است که من وقتی که سوال دادم بسم الله جواب بگو، وقتی که سوال دادی من جواب میگم. برادر عزیز، حالا دیدید شیخ عزیز ما برادر از ایران سوال دادن چگونه معامله میکند، عیناً همین معامله رو به من هم کرده ایستاده بود. این معامله رو در زبان علمی، در منهج علمی بی ادبی میگن. وقتی که سوال مشخص است، مشهور، معلوم، واضح، چرا او تحقیر میکند، خنده میکند، دشنام میکند؟ انامین نامش فرار میگن. مرحوم شیخ همه طالب علم سخنی سلف میگن. سلف سوال چی میگن؟ سلف سوال میگن که وقتی که کسی در بحث و مناظره شکست خورد به دشنام و حقارت و تحقیر میرود. بیاید ابو حنظله، انا همین سوال من به ابو حنظله جواب کرد، بیاید معرف راسخ آرام، اگر همینجا به معرف راسخ بیاد آرام بگوید که من خمرات صحبت میکنم، والله به یک مشکلی اگر به من صحبت کرده نتواند، شیخ از ایران هستند، همین سوال ما رو بکنن که کسی که یهود و نصارا را مسلمان گفتنش را کفر نمیداند بدون قرینه مطلق، یعنی اگر یک نفر برای دوگد که یهود مسلمان است، نصرانی ها مسلمانند، بت پرستان مسلمانند، همه قبوری ها مسلمانند، مجوس مسلمان است، گوید همین کفر نبود است. کسی که همین سخن میگه که همین سخن کفر نیست، حکمش چیست؟ انکنون صادق و کاذب دیده، صادق در ایمانش و کاذب و دروغین در ایمانش. من حالا اگر من همین برادر موحد کردم، شما دیدید که در مدت 1 دقیقه نشده 3-4 برادر جواب گفتن. حاضر اگر من بگم که همه برادر و خواهرها جواب بگن، تا فردا همه برادر و خواهرها به دلیل جواب میگن. این مسئله اینقدر مشهور است، اینقدر واضح است. اما ابو محمد سعید افغانی بجای این تحقیر، بجای این بیادبی، بجای این حقارت، بجای این دشنام، نمیشد که ابو محمد سعید افغانی یک جمله بگوید که انا همین کسی که همین سخن میگوید کافر میشد. چه مشکلی داره؟ بدون علامه گفتنی و بدون تحقیر. برای چی؟ علامه گفته اینها ما را مسخره کرده ایستادن. برای اون که نه من دعوای علامگی کردم، نه شیخ دعوای علامگی کرد. ما همیشه خودمون را طالب علم اهل سنت گفتیم. حالا بحث درباره علامه بودنی من و نبودنی من نمیرود. فکر کن که یک برادری کوچک تو، اگر تو ما را تکفیر کرده باش، فکر کن که یک آدم، یک انسان به تو سوال کرد، به تو فرض است که جواب بگویی. مثلا فرق بین اسلام و ایمان است. جواب نمیگوید. به جای جواب به احترامی، خنده، شوخی، بازی، تحقیر، غضب همه مسلمان های موحدین رو برآوردن. و برای چی همین؟ برای اینکه این سخن رو معروف راسخ گفته است. همین سخن معروف راسخ گفته است که هر کسی که یهود و نصارا را بدون قرینه مسلمان گوید، این کفر نیست، همون عمل خودش کفر نیست. حالی آدم که کافر شدنش یک طرف است، کفر به عمل خودی همون عملی که اجماعاً کفر است میگه کفر نیست، صاحبش اجماعاً کفر است، کفر نیست. کفر کتی یهودیت کتی مسلمان را جمع میکنه. این سخن کی گفته است؟ معروف راسخ گفته. برای همین این قومگرا نمیگن. آدمی که قوم رو پیش از اسلام میگیرد، قوم رو پیش از قرآن و سنت میگیرد، هرگز این نمیگه. اکنون ببینید همین ابو محمد سعید افغانی دعوت کننده به سوی جهاد بوده است. به کدام جهاد؟ من حیرانم. همین معروف راسخی که یهود نصارای مسلمان میگوید نماینده و دعوت کننده از جهاد بوده است. ابو حنظله جوانمرد در گروهش گفته است که حالا الله به من یکی از برادران فرستاد، الله متعال نابود دوست نویسته است که احزاب کفری تاجیکستان و کفار و مشرکین میگه بیاید از هم دفاع کنیم. آیا من احزاب گفتم؟
آیا من احزاب گفتم؟ من گفتم اگرچه ما اختلاف نظر داریم با هم دیگه، و آیا من گفتم که یک جا شویم توحیدی کنیم؟ نه، البته من گفتم هر کسی که قدرت و توانایی از دفاع ما را داشته باشد دفاع کند، زیرا که به بالای ما ظلم و ستم و دروغ زیاد است. این سخنی که بارک الله فیک ابو حنظله پایان دا گوش کردیست. الله استون کنه با نروا برای صحبت بکنه در این موضوع. الله استون کنه. ابو حنظله به من یک سوال میتیم. من حالا ابو حنظله رو تکفیر نکردم. ابو حنظله میگه کی مرا تکفیر کرد. انا ابو حنظله اومد اینجا. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابو حنظله من مایک تو رو باز کردم. ابو حنظله من ابو حنظله رو تکفیر نکردم. تو به حال من گفتم سخنهای جاهلانه بی علمانه است. یک انسان جاهل گوید مگر این تکفیر است؟ ابو حنظله رو باز کردم، رفت نمیدونم برآمد، موجش نبود. ببینید ما گمان خیر میکنیم، شاید شبکیش نبود. من ابو حنظله رو تکفیر نکردم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابو حنظله خب ما اولا اهلا و سهلا. دیروز گروه خواهرا بود. انا کنیم امروز صحبت میکنیم اگرچه وقتی ما خیلی کم است. سبحان الله. یک صحبتایی که یک سوال اول به خودم. خب صدای معروف راسخ گذارین اینجا برادر محمد شیخ ابو حلیمه هسته؟ برادر صدای معروف راسخ گذار. در این مورد صحبت شده، در این مورد بیشتر ما صحبت کردیم. متاسفانه که بیان نکردیم. از الله بترس بیان نکردیم. گوش بدید آقای ابو حنظله، گوش بدید لطفا، گوش بدید. این محقق ایرانی است که لطفا این صحبت نکنه بین ما. این من نمیشناسم کی از چه عقیده داره. ابو محمد مدنی ابو حنظله یک لحظه حرف نپرید. یک لحظه برادر به هم دیگر برادر عزیز یک لحظه به هم دیگر زیش سخت معامله کردن احتیاج نداره. درست است. مسئله حق صبر کنید. حاضر شیخ ابو حلیمه یک لحظه شما خودتون جور کردن بگیرید. من یک مقدمه من که مسئله قرآن و سنت است، فهم سلفی امت است. احتیاج به هم دیگر زیشت گپ زدن و سخت گپ زدن نیست. اما ابو حنظله یک کمی پیش در حق بنده بعضی گپ‌های خطا را زدن. من معامله خوب کردم با که نه خطا نگفتم، والله خطا نگفتم. تو خطا گفتم. من گوش دارم. ببین لطفا مرا اجازه بدید. تو یک عادت داری شیخ، یک عادت داری که همیشه سخنهای خودت میشنوی و گوش میدی، خلاص از کسی دیگر گوش نمیدی. لطفا خواهش مرا اجازه بدید. تمام صحبتایی که درباره مکدی یعنی کلش حقیقت نگفتی، فقط از خود دفاع کردی، خلاص فقط از خود دفاع کردی، در حالی که نه قوم پرستی کرده بودم هیچ چیزی. خطایی که طرف مقابلتون کرده بیان کردیم از خودتون، اما حق قبول نمیکنی. هیچ وقتی حق قبول نمیکنی. من به خدا سوال میکنم. حالا صدای معروف رو بگذارید. سوال بده خلاص. حاشیه نرو. بیا سوال بده. حاشیه نیست. کمی خودت بدل. نه مقدمه نرو شیخ، مقدمه را کار نداریم. بیا سوال بده که جواب بده. یک سوال بده یک جواب میتونم. بگو. تمام. سوال همین است که صدای معروف رو بگذاره. از همین صدای معروف رو سوالش میگه. بگذاره. الحمدلله مردم ما بناحق تکفیر نمیکنن، با گمان نمیکنن. مسلمان لغوی بود، کلگی گفتم اسلام لغوی، ایمان لغوی، مؤمن لغوی، این کل سلف استعمال شده است. اما آدم هم خودم میگه گفتم کافر نمیشه. در مسلمان لغوی مسلمان نیست، مؤمن لغوی مؤمن نیست، تا که مؤمن شرعی یا مسلم شرعی نباشه. اینا کسی کفر نمیگه. اگر یک کسی نظر به بعض گناه از یک کسی ببینم بگه مسلمان است، مثلا کسایی که در کفر متاون ندارن بگه مسلم لغوی است، مسلمان لغوی است نه شرعی، این کافر نمیشه. این خود از خود سلف چقدر چیز است وجود داره، شما شاید دیده باشید اقوال وجود داره. سلف صالح مؤمن به معنای لغت که بیایی درجهش اسلام بالاست، مسلم هم میاد به معنای لغت. ولی ما گفتیم که در قرینه طبعا آدم یک کس کافر باشه او را چیز نمیگه، مگر در جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنه در کفر واقعی نمیشه.
دو معرف راسخ رو البته گوش کردی. یک سوال به خودت همین است که ابو حنظله میگوید که کفار را مسلمان فقط به قرینه گفته می شود، اما بدون قرینه هم گفته شود این کفر نیست. میگه یعنی بدون لغوی، بدون مجازی مسلمان گفته شود یهود و نصارا را، این کفر نیست. میگه این چیز ثابت از سلف است. میگه انا همین مسئله به چی میگی خودت؟ بسم الله بفرمایید. خب همین میگه پیشتر صدا رو موندین، دقیق من نمیشنم. خودت امیر برام بگو که چی میگه، از صحبتاش چی میگیری، من برات جواب بدم. من دقیق نفهمیدم چی میگه. سبحان الله سبحان الله. برادران عزیزم یگان دقیق نمیفهم. آری که تشریح ببین شیخ، اگر کسی بگوید اگر امون یک طرف تو خاموش شب من اولو از دیگرها بپرسم سوال بتیار، نرو سر صدا نرو، بیا سوال بتی، سوال تا بتی گفت سوال گوش بکن. من به تو سوال دادم، من صدای معرف رو نشنیدم. میگی تو خاموش باش، من دیگرها رو پرسم که دیگرها شنیدن یا نشنیدن. صد فوج فهمیدم شیخ ابو حنظله ما تر همه وقت دوست آره ببین تو اینجا بلگوهای خود بیان نکو. شاگرد ما نمیاد 100 تا شاگرد داره بیارم بگویم که بیاین برای ما بله بگوین، نگو، بیا خودت با مسئله. تو شاگرد خیلی زیاد داری، تو بس سوال صدای معرف راسخه برادر دومی مراتب مونه، یک بار دیگر مونه. ولی ما گفتیم که در قرینه طبعا آدم یکیز کافر باشه او را چیز نمیگه، مگر در جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنه در کفر واقعی نمیشه. مرا فهمو شد یا نه؟ برای جمهور فهمو شد. پیشتر بیان کردی که کسی میگه یهود نصارا را مسلمان گفته، یهود نصارا را مسلمان میگه. اگر همین یهود نصارا مسلمان گفته کافر است. او این کفار را میگوید. کفار گفته چرا میفهمیم؟ مطلق درباره کفار صحبت میکنه در درونی بحث مناظره. خب اگر همین کفار درست، اگر همین کفار گفته باشه که بله ما مسلمان گفته میتونیم، بدون شک کافر است. به درون کفار وقتی که یک کسی مطلق کفار گفت، به درون کفار کی میداره؟ آرام باش، کمی راحت صحبت بکن، دعوا نکن. من آرام به خودت صحبت دارم. تلبیس چرا میکنی؟ تو میگو یهود نصارا نگفت. تلبیس تو داری. والله که از اول انا کل برادرات شنیده بودن که از اول تا آخر تلبیس کردی. از اول تا آخر تلبیس کردی. برادر عزیزم یک بار دیگر صدای معرفت نه ما صدا را شنیدم. این ملبس ها بفهمن. صدا را چی میمونی؟ صدای خودم بگذاریم صدای معرفت را چخرا که کنی ببیند خودی شکم کنند به حکم الله رسول. از اولش شیخ، از اولش مونه که کفر به طاغوت نداشته اورم میگوید در اینجا. از اولش مونه من برای چی گفتم استاد؟ برای چی گفتن شما در همین باره عذر دادین؟ همین شیخ حسینی نگفتین مثال چیز است، مقصد کفر در نرفته. ای از گپ شما استفاده کرده این نجس، این آواز شما را ماند است، شما را میگه این ای آدم میگه مثل ما گپ زده است، میگه مثال اینم عذر داده است. یعنی شاگردای شما را در اینجا مقام کرده. میفهمه که کفر است. نه گفتی که رئیس جمهور بله کافر است، در او میگه رای بده، این در کفر واقعی است. کفر تایید کرد. رای داد چی؟ تایید کرد. تایید کفر است. کفری که باز اونجا طبعا قانون کفری را میسازه. من از این فتوایش خبر نبودم. من فکر کردم که اینطور فتوا داده که میگه یک مسلمان یعنی از اونجا مسلمان هم و یعنی صحیح مسلمان است، سلفی است یا دیگه است، این میتونه که اگر در پارلمان می تو فکر میگه برو کفر رد میتونه ای تو اینی قسم فکر کرده بودم آزادی برش باشه، یعنی استقلالی تو فکر کرده کفر رد میتونه ایمان بیان کنه در کفر واقعی نشه، یعنی آزادی داره نه استقلال داره. اینی طور فکرها یعنی میشد که باز شک شبه دایی پیدا میشد که یکی که میگه برای جمهور بته ای خطا بندگه. بله بارک الله فیک. همین از گپ شما از خانه شما استفاده کردگی دارم یک روشن‌تر شد با پیش برادران برای با همین گپ‌های شما همین برادران محکم کرده استند این نجسا. این بسیار بله این بسیار دیگه چی میگویم یک طرف چی داره نه بسیار یک طرف ببینی کتمی کسایی که حتی کافر است یعنی از او میگه بیاین یعنی میل نرمش داره یک دیگر خود دفاع کنیم احترام کنیم میکنیم که اهل توحید میفهمه ظاهرش موحده گپش احتمال داره نه یک گپ میگه خوبم داره خرابم داره و خوبیش مثلا قرینه است که گپش صحیح این را میبره او را تکفیر میکنه بناحق و که اهل کفار این کسایی که در کفر سریست بر از اونها عذر میتن نه
این یک طریقه از این هستی، این یک منهج بسیار خراب است، بسیار یک منهج بد است. شیخ عزیز اجازه است بارک الله فیک استاد. یک مسئله دیگه همینجا ده، مسئله ای که چیز است، مثال شما گفتین یک کسی که کفر کرده، مثال و از طرف شاگرداش میگه توبه کرده است. مثال من همین عثیمین کفرش دیدم، کفرش مثال وقتی که ظاهر شد برای من این را تکفیر کردم. یک نفر میگه توبه کرده است، میگه دلیل نداره، دلیل روشن نداره، من همین را از تکفیر باز نمیستم، میگم تکفیر میکنم تا زمانی که با من دلیل واضح باشه. بله شیخ تو همینجوری صحبت بکنین وای باقی موندهش دیگر موضوع برای بگیرم. مرحمت مسلمان لغوی مون میدونستی. حالا در اینجا بله شنیدم. خب صحبت میکنین. حالا در اینجا معرف راسخ درباره اجازت بودن کفر نبودن رفتن به پارلمان به خاطر مصلحه و این پارلمان انتخابات رو هم به دو قسم تقسیم میکرد. انتخابات پرزیدنتی رو کفر میداند، انتخابات پارلمانی رو جایز میداند و رفتن به پارلمان رو هم جایز میداند. کفر است یا نه کفر میشد یا نه بهم گپ فتوا دادش کفر است. هر کسی بگه کاف الف ر میشود صحیح شد. حالا گوش میدی گپ میناله. هر کسی امی که گپش کفر است باید توبه بکنه. گپش کفر است توبه بکنه. گپ درباره کفر نه. کفر ما اتفاق داریم. این مسئله به کفر بودنش به جهمی ها هم اتفاق دارد. به ما خودی صاحب کار کفر که کرد کفر میشد یا نمیشد؟ چرا نمیشه؟ یعنی از این عبارت که معرف راسخ به همین سخنش کافر است. همین سخن بله، همین سخنی که بیان شد واضح است. اما در مسئله اولش که میگین کی گفته که یهود و نصارا مسلمان است، کسی کفر به طاق نری آمد تشریح داد و باز ما نادلانه رفتار کردیم. ما در اول گفتم که اگر محمد معروف راسخ به همین عقیده باشه کفر به طاغوت، کسی کفر به طاغوت نداره، کسی کفر به طاغوت نداره، مسلمان است، خودش کافر میشه. بیان نکردم. چرا اینو بیان نکردی؟ چرا از الان ترسیدی؟ چرا از الان ترسیدی؟ چرا از الان ترسیدی؟ با آداب با اخلاق با آداب و اخلاق صحبت کنم. من که ترس نه آداب و اخلاق تو از بین بردی. ببین از اول تو ادب و اخلاق کدام ادب و اخلاق؟ جاهل میگی، هر چی که دادن میگی، خبیث میگی، بدترین چیز میگی دیگه چی بگویم ما؟ صدای دویم زندگی مشرک گذارین کافره؟ صدای کافر دویمش گذارین نکنه؟ نه صدا خوب نمیاد. صدا خوب نمیاد برادر. صدا خوب نیست. یک دقیقه. ما گوش دادیم. همه اینا رو گوش دادیم و بیانم کردم. دیگه لازم نمیبینه بیان کنم. بیان کردم توبه بکنم. صبر. بازاری بعد نکن. صبر. من حق تکفیر نمیکنم. لغوی بود. کلگی گفتم اسلام لغوی، ایمان لغوی، مؤمن لغوی، این کل سلف استعمال شده است. اما آدم هم خونه میگه گفتم کافر نمیشه. در مسلمان لغوی مسلمان نیست، مؤمن لغوی مؤمن نیست تا مؤمن شرعی یا مسلم شرعی نباشه. این کسی کفر نمیگه. اگر یک کسی نظر با بعض گناه را از یک کسی ببینم بگه این مسلمان است، مثلا کسایی که در کفر به طاغوت ندارن بگه این مسلم لغوی است. کفر بر طاغوت ندارد میگوید. من یک همینجا اشاره کنم که مسلمان لغوی است نه شرعی. این کافر نمیشه. این خود سلف چه قانه چیز است وجود داره. شما شاید دیده باشه. همینجا گفته که کسی کفر به طاغوت نداره. شنیدم. من به معنای لغت که میگه درجهش اسلام بالاست. مسلم هم میگه به معنای لغت. ولی ما گفتیم که تمام کافر باشه جایی که قرینه چیزا باشه در اونجا استعمال بکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنه در کفر واقعی نمیشه. همین جایی که کافرها را مطلق میگوید کمی پیشتر کافرها را مسلمان به قرینه میگوید برام باشه او را چیز نمیگه. مگر در جایی که قرینه و این چیزا می باشه در اونجا استعمال بکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنه در کفر واقعی نمیشه. سلام صالح.
مؤمن به معنای لغت که بیاید درجهش اسلام بالاست، مسلم هم میه به معنای لغت. ولی ما گفتیم که قرینه تمام آدم یک کس کافر باشه او را چیز نمیگه، ما یه جایی که قرینه و این چیزی باشه در اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنند در کفر واقع نمیشه. یک اکو تمام کشت خاموشید. صحیح شد تمام این عقیده کفری است. بله شیخ بخشی زود الله استوکر. یک لحظه ما جوان مرد احترام بگذاره خودی صحبت بگی، خودی جوان مرد صحبت میگه. من یک بار فهم خودم بگم، جوان مرد فهم خودم بگم که در همینجا همین انسان چی گفتم من چی فهمیدم. این گفت که خب بگو فهم خودت. بله کسی بیاد کافر رو، یعنی مطلق کافر، اینجا همه نمودی کافر، زیرا که ما در این بحث بودیم خودت نبودی، گپ درباره یهود و نصارا هم رفت، آیات ها به یهود و نصارا نازل شده و غیره، و این گپ هم از قصه شون هم از سیاقش و هم واضح میگه که کسی که کافر رو مسلمان گفت به قرینه گفته میشود، اما بدون قرینه هم اگر کسی مسلمان گفت این کفر نیست. ما چی بفهمیم از ما گفتیم که این کفر است و این گپ گفتگی آدم بعد از فهمیدن و مناظره و اینو اونقدر کافر است. ما را مدنمی گپ زدیم. اگه خودت بگو. بله صدا است؟ بله صدا است. بله بیان کردیم این مسئله را بیان کردم پیشتر بیان کردم، گفتم که این همی عقیده کفری است، بیاید برائت میکنیم ازش، توبه نکنه ما ازش برائت میکنیم، اما تو باز دنبال گرفتی. حالا ما اومدیم به خاطر از اینکه تو نادلانه باز درباره صحبتای ما کردیم دوباره چی سر ما تکرار کرده میری؟ تو خودت میای خود را بیگناه خطاب میکنی. ما برای تو دو کفر واضح خودت گفتیم، ما گفتم ازت برائت میکنم. حالا درباره از اینمی برای ما جواب خوبش دادی یا ندادی یا تلبیس کردی؟ راست بگو، تلبیس کردی یا کنه عادلانه جواب دادی؟ واضح برات گفتم که فتنه گفتی. تو میگی انکار کردی، چی میگی؟ سعی که تهمت تا بالای ما، تو بالای ما تهمت میزنی الان چی میگی؟ جوانمرد گفته که تو انکار کردی از جهاد. ما کجا تو رو گفتیم انکار کردی؟ برات گفتم که انکار کردن نمیتونی. تو که ایرا هر کسی گفت تو از یک سنت پیغمبر انکار بکنه کافر میشه. از سنت پیغمبر انکار کنه، بگم من سنت پیغمبر قبول نمیکنم کافر. امیر بیان نکردم، گفتم انکار نکردی، نگفتی، با آیات های الله پشت پای زدی، جهاد الله فضل میگه، تو میگی که نه جهاد فتنه است. انا ببین جهاد فتنه است میگی. حالا میرم همین سخنات با فراموش نکنه بانزل که من جهاد فتنه گفتم یا نگفتم. حالا یک لحظه میرم یکی بگذار خلاص گفتم یکی دیگه چرا دروغ میگی ما احزاب صدا نزدیم؟ نمیگی که حزب فلان بیاین از هم دفاع کنیم، باز میگی من نگفتیم. نوشتمون برادر صدایت ایجا دارم، حالا صدایت نشر میکنم، بگذار من صدا نشر کنم، بگذار که برادرها بیان صدایت نشر کنیم. میفهمین 20 تا کفریات ما دو تاش بیان کردیم، کفریات زیاد است، قبول کن. با خودت سوال از این میبراید که به دو مناط معروف راسخ کفر است. به این مناطی که کفار مطلق مسلمان گفتنش کفر نیست گفت، و به مناط دیگر که انتخابات رفتنش، و مناط سوم که انتخابات درونش پارلمان به نماینده شده در آمدن من باب مصلحت درست است. به سه مناط معرفت راسخ کفر است. بله شیخ بخشی یک که ابو حنظله این قوم پرستی است که تو قوم پرستی میذاری منافق. شما حرف نزنید شاگردای ابو محمد، شما صحبت ما با ابو محمد مبنی صحبت با شما ندارم، شما در شأن من نیستید، شما صحبت نکنید، بگذارید شیختون گپ بزنه، شما از شیختون دفاع نکنید. ما در اول سخنرانی نگفتم که از الله بترسین، از شیخ استاد خود بود نسازین، دفاع ناحق نکنین، کفر انجام داد بگین کافر هستید. ابو حنظله اشتوب شرط نیست، اویست میریم. برادر عزیزم من از شما خواهش میکنم گپ نزنید. چی لازم است حضور شما برآمده گپ زدن؟ من خودم گپ نیستم قطعی ابو حنظله. چی لازم است شما که برآمده با وقتی منم میگیرید، وقتی خودتون هم میگیرید، وقتی دیگرو رو میگیرید، عصب دیگرو رو خراب میکنید. من میدونم که شما برادرها گفتنی زیاد دارید، لیکن شرط این آدم همین بود که من از قطعی من ابو محمد گپ میزنم، تمام مسئله حل است. انا کنون ما مسئله اول نقطه میگذاریم به مسئله من داخل بشیم. مسئله اول من ابو حنظله جوانمرد اتفاق کردیم که معروف راسخ به سه مناط کافر است. مناط مسلمان ها کافر مسلمان گفتن، کفر نیست گفت. به این مسئله الان که اجماع است، یهود و نصارا اینو تکفیرش کردن، اصول دین است. و بعد از این مناط دوم انتخابات برفتن در مسئله
پارلمانی یعنی نماینده کاندیدات به انتخاب رفتن جایز گفت و خودی کاندیدات هم این باب مسئله جایز گفت که این همیش کفر اکبر است. به سه مناط شما شنیدید که ابو حنظله گفت که بله این کفر است و صاحبش هم کافر است. کافر است یا نسبتا ابو حنظله جوانمرد گفت که بله کافر است. ما مسئله اوله به پایان رسوندیم. مسئله دوم شروع میکنیم. مسئله دوم مسئله من ابو حنظله یکچند دو چیز رو به من نسبت داد. یکم چیز همین که من گفتم که بارک الله فیکم جهاد رو من فتنه گفته باشم. حال زیر همین سخن ابو حنظله گفت. من در کجا فتنه گفتم؟ مطلق جهاد فتنه است. ابو حنظله آیا همین حمله که بالای کفار و مشرکین شد تیر جهاد میگه؟ چی میگی؟ ببین جهاد همین حمله که بالای کفار و مشرکین توسط موحدین شد همین جهاد است یا نه؟ بیا من جواب بدم. جهاد سه نمود است. هجوم دفاع است، قصاص است. جهاد از پس چرا آمدی الاساس بجای که خاموش میبودی سکوت میبودی آمدی من حیث از که آمدی چرا صحبت کردی با این باره؟ چرا فکر نگفتی؟ بیا جواب بگویم یا نگویم؟ از خود دفاع نکو. من خواهش دارم از خود دفاع نکو. خودت ایجا معصوم قرار نده. خطا کردی کفر کردی بیا اینمیجا بیان بکن. غیر از اون من برات دارم. از ابو حنظله تو گفتی که جهاد فتنه گفت. این تهمت آشکار درست است. صدا رو قطع میکنی؟ صدا رو قطع میکنی؟ کی قطع کرد دارم اینجا؟ همین صدا مرا چرا قطع میکنین؟ چرا نمیمونید که ما صحبت بکنیم؟ کی قطع میکنه؟ من خودم بیخبر هستم برادر عزیزم. شما چی دیوانگی دارین؟ همین لحظه این پس بازش میکنه قدش میکنه. وقتی ما صحبت میکنم نمیگذاره. ما برای تو میگم بله ما یعنی خطایی تا دیدی واضح بواه کفر بواه را انجام دادی. کفر بواه واضح از همین بیاد توبه کو و همیشه تو دور انداخته گپ میزنی. اما تو چی میگی؟ تو میگی نه والا ما تو گفتی نه نمیشه تو. مسئله راسخ آقای ابو حنظله خواهشاً آرامتر صحبت بکنید. آقای ابو حنظله خواهشاً بیا این چیز است که اسی صحبت میکنه میاد داخل میشه. این بیادب نیست. این بیادب نیست. آقا ما گوش میدیم عزیزم. بیادب داره. این خودت شیخ معرفی کردی ابو محمد مدنی. این خودت شیخ معرفی نه شیخی است نه طالب علم است. این کدام جای چهار تا سخنرانی ها رو میشنوه میاد صحبت میکنه نه که زارش صحبت بکنه بین ما. ابو حنظله یک لحظه یک دقیقه خاموش باش. تو دو مناط رو در حق بنده گفتی و بنده رو از همین جهت مثلا گفتی که مشکلی دارد. بیا من اول نقطه اول بروم یا نروم؟ اجازت بده که روم. نقطه اول همین است که خودت گفتی ابو محمد جهاد رو فتنه گفت. همین تهمت به سر بنده است. این جمله به این طرز نیست. یک سخنی که بنده نگفتم از یک سخن دیگرم آورده سخنی مرا به معنای سخن خودت چسبانیده و ساختن این درست نیست. سخنی من دیگر است. صدایت مگذارم. صدایت اجازه بده که در گروه خود نشر بکنم. صدایت اجازه میدی صدایت نشر بکنم؟ صدایی که داری اینجا از خود نگو. سخنایت نشر میکنم. همونطوری که صحبتای معرف راسخ نشر کردی همینطور صحبتای خودت نشر میکنم. تو قسم میخوری که من جهاد فتنه است گفتم؟ من نمیخوام گفتم والله بالله تالله. یا من گفتم اینمی حمله مسکو جهاد بود؟ بله امیر فتنه گفتی قسم میخورم. ببین این حمله مسکو شده. بله من این فتنه گفتم. من این پنهان نمیکنم. این حمله مسکو پس کافر شدی. پس فتنه گفتی کافر شدی. تو یک لحظه آداب بحث است. بیا تو مرا نه آداب بحث نمیخواد. پیشتر بسیار احترامی کردین. جاهل گفتین، قوم پرست گفتین، منافق میگی هر چی هستن تو ما گوش بیا من جواب بگویم به همین سخن. من بار دیگر میگم این مسئله قوم پرست که تو هستی. قوم پرست سبحان الله. آقا حاضر نیست گوش بده. جناب شیخشون جواب نمیدن، گوش نمیدن. بله لا حول ولا انا. بیا اینا ببین زیر پالو مولی سر میزنه. یکی از میاد صحبت میکنه. فقط لا حول ولا بلد هست تو تند رفتن رو دیگه مؤدب نیست. بله ابو حنظله محقق ایرانی تو در حالت مکی هستی. خب تو در حالت مکی هستی. در حالت مکی باش. تو کار نگی. صدای تو رو شنیدیم. صدای تو شنیدیم که تو در چیارت هستی. آرام باش. خواهش از تو آرام باش که همیشه صحبت بکنه. از کفر خود ایجا دفاع بکنه. بگوی که ما کفر نکردیم. واضح کفرش واضح است. روشن است. هم از درباره احزاب تاجیکستان هم درباره فتنه گفتم. تحقیر شرط نیست. بیا از من به دیگر طرف نگو. بیا صحبت بکن. یک لحظه صبر بکن که من صحبتم بکنم. درست. گپ همینجاست که
من مطلق جهاد فتنه هست نگفتم. کسی که این سخن گوید به آیت قرآن، به همون کلمه جهادی که در قرآن است آمده است، کافر است. لیکن این جهاد نمودهای خود و بخصوص جهاد طلب دارد یا قتال میگن، یا که دفاع دارد و یا که اینچنین بارک الله فیکم در درونش قصاص هم هست. و بعضی از این حالت ها به مصلحه و مفسده ربط دارد و بعضی دیگریش به مصلحه و مفسده ربط ندارد. خیلی که در کتاب سلیمان ابن حمدان اجازه بدید، همیشه اجازه بدید، همیشه اجازه بدید. مصلحه و مفسده صحبت کردی؟ بله. کجا اینجا مصلحه و مفسده است در این مسئله؟ بیا بگو. در همین قضیه کجا مصلحه و مفسده را انسان بیان میکنه؟ اینجا میشه؟ آیا همین جایش هست؟ سوال تو رو من گرفتم. بله سوال تو رو من گرفتم. خاموش شو، جواب بگو. جواب همین است که قصاص یکی از شروطش قوت و قدرت و عدمی ضرر زیاد شدنش است. در تمام کتاب ها نظر کنید که کدام وقت قصاص گرفتن خوبتر است یا بهتر است و کدام گرفتن ببین من اینا را میدانم، این قدر هم ناخوان نیستیم، میدانیم، خواندیم همه این مسائل خوانیم، لازم نیست برای ما یاد بدیم. ما اینجا نآمدیم که بیاموزم، اینجا آمدیم که امروز تو بگویم که اینمی تو در کفر واقع شدی، علنا آشکار به واضح. نه دروغ نمیگویم. والله بلاک تو بتعفز الله نکو پنهان نکو. باز میگی 100 بار ما بار صحبت چون ما اومدی 100 بار دروغ گفتی، ده 100 بار دروغ گفتی، کتمان کردی، تدلیس کردی. نه بی ادب جناب شیخ، شما خیلی بی ادبند. صداشو ببندید بهتره. خیلی بی ادب و بی تربیت. گوش بده به جوابش. انا ببین این شیخت است، ابو محمد مدنی شیختون است. میبینی چی میگه؟ یکون گپ کفری میزه. چی میگه که این خیلی با تحقیر صحبت میکنه؟ یک برادری موحدی ما است. چی میگه؟ شیخ ابو محمد مدنی حفظك الله، الله سبحانه و تعالی حفظ میکند. شیخ ابو محمد مدنی شیخ من است. من یک شاگرد کوچکش هستم. ابو حنظله جوانمرد، تو رو تحدی میکنم در مسئله هجوم، هم در مسئله مصلحه مفسده. بازم میگویم به تو، یک شاگرد کوچک ابو محمد مدنی، بیا تمام کتابهایت رو بیار، با همراهی تو بحث میکنم که اجماع رو ثابت میکنم که در مسئله هجوم، در مسئله قصاص، انمین گونه مصلحه و مفسده رو دیده میشود. و گپی زیاد نزن. یک لحظه به من اجازه بدید. انا کنون ببینید ابو حنظله میگوید که ابو محمد مدنی کافر است به خاطر آنکه هجوم در مسکوه رو فتنه گفت. ببینید بله من این سخن گفتم و این هیچ مناط کفری ندارد برادر عزیزم. چرا این مسئله اگر من 100% دانم که همینه یگان مسلمان ها کردگی هستند، اگر 100% دانم هم از نظر شریعت این نمودی عمل ها نیاز به نظر کردن مستقبل از مصلحه و مفسده دارد و این به اجماع ثابت است. حالا امی جهاد الله فضل گفته یا فتنه گفته؟ اب می آیت کافر شدی نشدی که الله میگه فضل است، تو میگی فتنه است، شدی نشدی؟ نه فضل است. فقط ابو حنظله کوتاه فهمی کرده سودی کمی این فضل است. اما قصاص به مصلحه و به مفسده ربط دارد. من دلیل میارم. حضرت علی رضی الله عنه وقتی که بیعت شدن، در زیر بیعت کرده هایشان کی بود؟ همون انسان هایی که حضرت عثمان رو به حضرت عثمان قیام کردند و حضرت عثمان رو به قتل رساندند. حضرت معاویه رضی الله عنه از حضرت علی طلب کردند که بیا قصاص اینها رو بگیر، زیرا که این مسئله ربطی به اون نداره. لطفا نکو تو مسئله تو مسلمان خلق نکو در مسئله کافر مشرک بین کفر. حضرت معاویه از حضرت عثمان طلب کردند. حضرت معاویه دم عثمان رو از حضرت علی طلب کردند که قصاص بگیر، بعد از این میگه حضرت علی رضی الله عنه خواهش از مسئله دو مسلمان با کفار و مشرکین چیز نکو، برابر نکو، خلط و ملط نساز. ما این مسئله را خوب دانستیم، ما شنیدیم، ما کل مسائل تو را 43 دقیقه را ذره به ذره شنیدیم. هیچ دلایل قناعت بخش ابو حنظله بی ادبی چی لازم است؟ نکو بیا توبه کو پیش موحدین توبه کو. بی ادبی ابو حنظله بی ادبی چی لازم است؟ اجازه بده دلیل. بی ادبی نیست، حقیقت است. من حجت میارم. تا وقتی که حق میگفتی دفاع کردیم.
اما وقتی که کفر گفتی دو تا از احزاب کفری خواستی بیای دفاع کنی ما میای جهاد الله را تو فتنه میگی معلنا به تو استاد میشی اینطور نیست که ما بیا من دلیلم بگویم. من صدای تو را نمیبندم لیکن اجازه بده که من دلیلم بگویم. اخیر یک برادری تو میخواهد دلیلش بگوید در یک مسئله. بیا من دلیلم بگویم. دلیلت شنیدیم، دلیلایت شنیدیم، دلیل نداشتی. دلیلایت ای درست نبود. چی در غمخوری کودکایشان بود، چی زنایشان بود، چی حمله بود، هیچ کدام دلیل درست نبود. تو حرکت مسلمانان را بین هم که مناقشه و جنجال کردین یک دیگر را فتنه گفتین، او را درباره کفار و مشرکین تطبیق نتید. درباره کفار و مشرکین تطبیق نتید. یک خطاگی دیگری تو میرود، یک خطای دیگری تو میرود که قصاص یا ما حالا از صحبت‌های ما نگو خطا. ببین این یکی از خاصیت‌هایت است. طرف مقابل چی میگی؟ خطا کردی فلان. اما خودت از خود قبول نداری، از خود قبول نمیکنی. این خاصیتت است. بله تمام کردی ابو حنظله؟ بله ما عادلانه ما یک صحبت میکنم. تو نیست که اکثر مثل تو صحبت بکنم. دو به دو صحبت میکنیم. بارک الله فیک. اجازه بده صحبت کنم. مسئله از این عبارت است که ما میگیم که وقتی که قصاص به سر مسلمان هم فرض شد، یعنی یک جماعت یک نفر کشتند، قصاص اینها فرض است. اگر انا همون جماعت معلوم شد که منو کردگان، قصاص فرض است. فرض خیلی که قصاص خواه کافر کشته باشد خواه مسلمان، قصاص فرض است. لیکن همین قصاص گرفتنشه از نظر مصلحه و مفسده حالتهاش را تغییر دادن. کمی تاخیر یا زود یا قوه به نظر کردن که اگر این مثلا اگر این کار کردیم چی مصلحه و چی فایده و چی ضرر می آید به قدرت و توانایی انسان ربط دارد. و این چیز به اجماع ثابت است که قصاص گرفتن خصوصا مسلمان ها از یک حکومت کفری دیگر، این مسئله به ربط مصلحه مفسده ربط دارد. زیرا که اگر شما قدرت نداشته باشید، قوت نداشته باشید، توانایی نداشته باشید، این کار شما کرده شاید سببی نابود شدن یک جمعیت مسلمانی همون بودیشم، یا نابود شدن اگر یک کشوری مسلمانی ضعیف باشد، نابود شدن مسلمانی ضعیف. برای همین علما اجماع میکنن که وقتی که یک کشور مسلمانی میده، یک کشوری مسلمان است لیکن این کشوری میده یک است و میداند که مثلا به بالای مسلمان ها ظلم و ستم خیلی زیاد است، اینا میدونن و بعد از این، بعد از دانستنشون هم بارک الله فیکم به خاطر اینکه قوه ندارن، قدرت ندارن، قصاص نمیگیرند. زیرا که نمیخواهند که اگر قصاص گیرند همین بودیش هم نابود میشن. قصاص این کار نمیکنند، میگن که قصاص در دین هست، قصاص حکمش معلوم است، ولیکن در همین وقت قصاص گرفته نمیشه. عیناً همین مسئله است. حالتی که در مسکو شد، این حالت اولا کی کرد یا نکرد در بین خود مسلمان ها اختلاف است. حالت های بعض شبهات وجود دارد. بعض از طالب علم علما از نظر مصلحه و مفسده اگر بگویند که این کار از نظر مفسده یا از نظر مصلحه و مفسده جانب مفسدیش رجحان بود، بالا رفته بود، ضررش برای مسلمان ها زیادتر شد، باید مصلحه عمومی را، همون آدم‌هایی که این کار میکرد مصلحه عام را به عبارت میگرفت. این آدم اگر خطا کرده باشد، اینجا توقف کنم هم صحبت کنم، یک سر خودت صحبت. خواهش است. ما شنیدم، نه شنیدم. همین نقطه جمله اخیرم حال نقطه اساسی میگم، نوبت به خودت داده میشه. اگر گوید که همین آدم اگر بناگاه خطا کرده باشد، هم دیگر مقابل میگه که بله همین آدم خطا کرد، این سخنش خطا است، اما این مناط تکفیر نیست. زیرا که این آدم قصاص این کار نکرد مثلا، یا دیگر احکام این کار نکرد، گفت همین عمل در همین وقت مناسب از نظر مفسده و مصلحه نبود و مفسده زیادتر از مصلحه شد. همین گپ یگون جای دیگرش نبود. بنه بفرم. خب ببین وقتی که در خود سنگر اهل سنگر بین خودشون علما دارن، محدثین دارن، مفسرین دارن که ما به ذریعه از اونا برابر نمیشیم، به ما و تو کسی که خانه نشین هستیم، در سنگر نیستیم، گرد و غبار سنگر نسیده، در مورد مصلحه و مفسده از اونا صحبت حق نداریم. ما و تو حق نداریم و حق نداریم بیم حمله و کسی که میره جهاد میکنه علیه کفار و مشرکین را فتنه بگویم. به چی حق؟ به کدام دلیل؟
هیچ دلیلی نداریم. این دلیلایی که بیان میکنی این دلیلا اصلا قناعت بخش نیست. اینا رو تطبیق با اینا نتید در مسئله مسکو. مسئله مسکو واضح و روشن است. فهمو من قبول کردم گپت. از این میبرد که در همین مسئله یک نفر گفت که این مصلحه و مفسده به درست نمیاد، این کاری مثلا فتنه شد، خطا شد، به مسلمان ها ضررش زیادتر شد، مفسده ایش از مسئله زیاد شد. اگر گوید این آدم نباید میگفت برای آنکه اونها علمای خود داشتند، آیا همین آدم کافر شد؟ ببین تو فتنه گفتی اینمی حمله فتنه بود و فتنه گفتن جهاد متوجه باش که در یک منطقه این صورت میگیره، موحدین اهل توحید جهاد میکنن، تو حق نداری که فتنه بگویی. فتنه گفتی با الله او را میگه فضل است، تو میگی فتنه است. آیا تکرار با آیت الله نیست و چقدر آیات دیگر قرآن کریم است؟ من مقصدت فهمیدم. فتنه به جواب بگم. برای اون من فتنه گفتم که یک ماه پیش از همین حادثه شدن جون بایدن رئیس آمریکا برآمد و گفت که از فلان روز تا فلان روز، از 15 تا 17 یا 20 مارت در روسیه حمله می شود، برای همین احتیاط باشید. و مردم آمریکا رو گفت که به جمعیتی ها اشتراک نکنید. یعنی اینها خبر داشتن. یک، من از این جهت گفتم که ببینید که اینها خبر دارد، شاید یگان نقشه ها کرده باشد. انا ببین، انا می کار تهمت است. انا مثل امی دیگه کسایی که مدخلی و کسایی که از سعودی من ببین انا می گپت است. انا اصل گپ ایجا پیدا کرده، گپت پیدا شد گپت که تهمت زدی. انا گپ بایدن قبول کردی، گپ کافر قبول کردی علیه موحدین. گپ کافر گپ بایدن. یک لحظه اجازه بده، بیادبی نکن، بگذار من صحبتم بگم. تو من بیادبی نیست. ببین بیادبی نیست، صحبت بکن ما گرفتیم گپا خود رسیدیم که تو چه عقیده داری. رسیدیم. ببین بیادبی نکن، این بیادبی آبروی خودت میبرد. بیادبی چی لازم است؟ اجازه بده. تو مرا کافر گفتی در مسئله، ما الحمدلله ما معلوم هستیم به ادب به اخلاق معلوم هستیم. تو سخن خوارج ها را گفتی. یعنی من علمای مجاهد به مخالفت کنم در یک مسئله اجتهادی که اصول دین نیست، من کافر میشم؟ انا میگم تو را کلگی میزنه، انا میگم تو را کلگی میزنه که خوارج میگم. ما هر کسی که از این جهاد صحبت کرد خوارج است. بایدن تو کرد، فلان تو کرد، از ایران دستور میگیرم. تکفیر کردی. تو مرا تکفیر کرده میگویی که تکفیر کردم. بله براءت کردم از تو. مناط ذکر کن. مناط ذکر کردیم به دو دلیل. یکی از کفار خواستی بیاین شما از ما شما دفاع میکنیم. یک کفر آیات الله را پشت پای کردی، جهاد فتنه میگی. نه دروغ نیست، این واضح است، همه شاگردای تو میفهمند. اگر کسی تابع حق باشه حق پیروی میکنه. انا همینجا باور بکن، صد برادر است که همین مسئله فقهی بوده میشه. برادر ما در همون مسکو بودی، ابو حنظله نمیدونه داخل مسکو را. او برادر ما در همونجا، او میگه ساختکاری بود، این میگه این کار در مسکو شد. نه برادر شرط نیست، دیگران داخل شدن شرط نیست داخل نشه. ببین این مسئله را ساختکاری بود گفتن یا نگفتن یا این و آن مسئله اجتهادی است. اگر یک نفر گوید خطا کرده باشد ماکسیموم گناهگار میشه، کافر نمیشه. اما اینها آمده تکفیر میکنن. همین غلو است. شیخ بارک الله فیکم. یک دقیقه الله استون یک دقیقه کوتاه صحبت میکنم. الله استون کنه همین مسئله را شما فهمونده استین. این انسان نمیفهمه به خاطر چی؟ به خاطری که این انسان همین عمل اصل دین میدونه. کمی پیش در کانال خودش صحبت کرد همین عمل و همین کار از اصل دین دونست. به همین خاطر این انسان آیا جهاد از اصل دین نیست؟ ای انسان جهاد از اصل دین نیست؟ آخر همین جهاد به خود شاخه ها دارد. این یکی از شاخه قصاص است. عالم جهاد از اصل دین نیست. قتال علیه مشرکین از اصل دین نیست. مگر اصل دین است؟ نه جاهل. کی میگه جهاد اصل دین است؟ کو دلیل بیار؟ جاهل احمق. انا ببین این شاگردایش هستن. ببین یکیش میگه یکیش تایید میکنه. دوستا شما شاهد بودین. جزاکم الله خیر. السلام علیکم. کی گفته است که جهاد اصل دین است؟ اصل دین اگر اعوذ بالله اجابیو کجا گرفتی؟ اجابیو زندیق. تو انبیا را تکفیر کردی به چیز؟ در بعض انبیا جهاد نبود، بعد کافر بودن و خبیث. نه برادر ساقم نزنید. ابو حنظله یک برادر مسلمان است که کمی غلو کردگی است، نمیفهمد. تکفیر سخنای بد نزنید. حاضر بهش گپ نیست. از سبب بی‌علمی نمیفهمد که چی مسئله اصل دین است، چی مسئله اصل دین است. اگر جهاد اصل دین گفتم این خطا است، لیکن ولی میره مسئله. برای اینکه کسی که جهاد نرفت این کافر نمیشه، این فاسق میشه ماکسیمم. اصل دین باشد کافر میشه. این ولی اصل دین از اصل غیر دین جدا نمیکنه. لیکن یک مسئله است.
مسئله قصاص برادر عزیزم مسئله که به مصلحه و مفسده ربط دارد. برادر عزیزم من حضرت علی را مثال آوردم میگه که این حضرت علی مسئله شون مسئله کی بود؟ مسلمان ها بود. ببینید وقتی که قصاص فرض شد مسلمان و غیر مسلمان فرق نداره. فرض انکار کردی کافر میشی. حضرت علی گفتن که حاضرم این کارو نمیکنه مفسده داره. حضرت معاویه طلب کرد انمی قهاده حالت شد. انا کنون ببینید به خاطر قصاص جنگ شد. حضرت علی و حضرت معاویه به همدیگر جنگیدن. بعضی از صحابه فتنه گفتن یا نگفتن. البته این چیزها را بعضی‌ها میفهمد یا نمیفهمد. ببینید مسئله قصاص به اجماع ثابت است که وابسته به قدرت است. قدرت نداشته باشی یک کار رو کنی ضررش به تو زیادتر باز میگردد و این مسئله به مصلحه و مفسده ربط دارد. هر کس از پیش خودش قصاص گفته هر کار کردن به حق ندارد. هر کس از پیش خودش قصاص گفته هر کار کردن به حق ندارد. ببینید برادر عزیزم ما یک قاعده داریم مصلحت العامه یقدم علی مصلحت الخاصه. مصلحه عامه مسلمان ها پیش از مصلحه خاصی یک عده گرفته میشه. حالا همین جماعت یا یک عده از مسلمان ها میگن که ما قصاص میگیریم. آنها باید مصلحه همه مسلمان ها رو در زیر نظر بگیرن. همون منطقه رو در زیر نظر بگیرن. برای چی؟ برای که اونها میخواهند که قصاص بگیرند عده از علم و رنج خواهر و برادرها را از اینجا جزا قصاصش بگیرند. اما همین کاری کردهشان 10 برابر 20 برابر دیگر مشکلی را در بالای دیگر مسلمان ها سخت میکنند. یا این مسلمان هایی که در روسی هستند اینا یا مسلمان نیستند یا اینا مسلمان هستند. اینا مسلمانند. اگر اینا مسلمان باشند آیا مصلحه و مفسده رو ما نظر میکنیم یا نمیکنیم؟ ما نگفتیم که در اسلام قصاص نیست، در اسلام این نیست. ما این کار نکردیم و ما بالجمله یگان عبادت از عبادت رو، یگان امر از امر الله رو، یگان احکام از حکم از احکام الله رو فتنه نگفتیم. ما یک مسئله معین را گفتیم که انا همین حادثه فتنه و فتنه را میشد به معنای ابتلا و سنجش معنا داد. ابتلا، سنجش، فتنه برای مسلمان ها شد. چقدر آدم های بودن که از ترس همین حادثه ایمان از دست دادن و چقدر بودن که به تهمت و بهتان گرفتار شدن و چقدر دیگر بودن که تا به حال حیرانند. ما از همین جهت گفتیم که برای این یک فتنه است. بعضی ها در ایمان ثابت میمانند، بعضی ها از ترس از ایمان میبرند، بعضی ها به عذاب سخت یک عذابای سنگین ترمه و اینان میرن. برادر عزیز الله شما را حفظ بکنه. اگر نواد و من خطا کرده باشم هم این مسئله اجتهادی است. در این مسئله تکفیر کردن ممکن نیست. در این مسئله تکفیر کردن ممکن نیست برادر عزیز. کسی میگه که در این مسئله تکفیر میشد غلو کرده است. غلو کرده است. این غلو است برادر عزیزم. اما مسئله دیگر، مسئله این که جهاد اصل دین است یا نیست برادر عزیزم. کی جهاد اصل دین شد؟ آیا به جهاد اگر جهاد اصل دین باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال یا 13 سالی که در مکه بودند، 1 سالی که در مدینه بودند، 14 سال پیامبریشون جهاد نکردند. از این عبارت که اصل دین به عمل نکردند؟ یا این اصل دین از اصل دین دیگر اصلها دیگر است؟ برای همون در مسئله دین به علم صحبت کنید. جهاد یکی از فرضها و ارکان اسلام است که بعضی از علما به همون ارکان 5 گانه و دوامش به بعضی از دیگر حدیثا که در آورد. کلی بالاترین است اما اصل دین نیست برادر است. اصل دین نیست. کدام وقت انسان کافر می شود، کدام وقت فاسق می شود، این مسئله فرق دارد. چیزی که پیشتر گفتم سبب همه فتنه ها در بین برادرها انا همچنین کسانی که جاهل هستند از پیش خود کدام عمل خواهند اصل دین میگن، در کدام جا خواهند تکفیر میکنن، در کجا خواهند براءت اعلام میکنه میگن تمام است. انا کنون فهمیدید که در مسئله من خواهش میکنم به تمام ادب از ابو حنظله و دیگر برادرها همین روز روید مسئله قصاص را خوانید. همه شما خونده میتونید، کتاب دارید. مسئله قصاص آیا مرتبط به مفسده و مصلحه است یا نیست؟ حالت به حالت دیده میشد یا نمیشد؟ قدرت به دیده میشود یا نمیشد؟ خب بگذار ما هم صحبت بکنیم. بگذار ما پیشتر ببین از بس که شما عصبانی میکنین وقت نمیتیم یک نفر حساب از پیشش خلط و مرد بشه.
ما به جای بگم که فرض است، فرض الله است، فرض الله است، میگم که اصل دین است. از متوجه دادم شده نمیتونه به شما صحبت بکنه، از بس که خلط مرد کسی نمیمونه بس بارم صحبت عصبانی میسازه، غضب میسازه مردم، یعنی به جاهل میگه بیادب میگه نفر غضب میشه. من میگم که این فرض الله است. الله فرموده که کتب علیکم القتال، الله بالا شما کتب چی معنا؟ ای کوریده، این فرض شده بالا شما جا. ما اینجا نگفتیم که این از اصل دین است که اول کلمه دوم نماز سوم روزه بود جهاد، نه یا گفته باشیم که در ایمان آمده که به شما به قتال و ایمان بید، نه این نگفتیم. ما دفعه گفتم فرض شده، فرض است، فرض است، فرض. و تو از فرض الله را گفتم فتنه بگویی، فرض الله را گفتم، فرض الله را میگم اصل دینه، گفتم فرض الله را فتنه. ابو حنظله برادر سلام علیکم. بله بفرمایید عمران شیخ سلام علیکم و رحمت الله. ابو حنظله برادر خیره، کما که زر نرم صحبت بکنه ان شاء الله که برادران در پایین هستن و موضوع را بگیرن، وقت به دیگه تا نرم صحبت بکنه. جزاک الله خیر. ببینید برادرهای ما به ما گفتن که همین ابو حنظله در همون سخنی که من نبودم در اون سخن، همون سخنی که در گروه خودش گفته، در اونجا هم اصل دین گفته است جهاد رو. انا حالا اینجا هم گفته و میگه که این عیب در سر شماست. شیخ از این چیز باید توبه کنه، اگر نکنه انبیا رو باید تکفیر کنه، زیرا در بعض انبیا جهاد نبود، پس انبیا اصلی نداشتن. پیغمبر صلی الله علیه و خب گفتم ببین شما چقدر در توبه کردن مردم چقدر عاجل هستید. برای اینجا آمدم بیان کردم که از میگم که گفتم که نمی چی از فرض الله است. کتیبه گفته یعنی فریضه فرض شده. بدونی برای چی در دین الله صحبت کردن جایز است؟ برای که انبیا رو تکفیر میکنی. از جهالت تو انبیا اصل دین نداشت، سراسیمه نشو، با آداب با اخلاق صحبت کن، ما گوش داریم. ما میدونیم که اگر این از امروز تا به 100 سالگان صحبت بکنم قبول نمیکنه. شما را هیچ کس نمیتونه انتقاد، هر کسی که انتقاد کرد، اگر معروف و راسخ انتقاد کرد، کسی انتقاد کرد هم شما چی میکنه؟ تکفیرش میکنه. نه ابو حنظله مقصد خیر است، حفظك الله، مقصد خیر است ان شاء الله. همیشه حالا یک مسئله دو مسئله که بیاید سختی بد نره، مورو مسئله حل میشه. برادر عزیز آرام شیخ، ما صحبت کردیم برای تو، گفتیم که این مسئله که فرض الله را فتنه گفتی از همین بیا توبه کو یکی، و گفتیم که از این احزاب سازی از هم دفاع کنیم، از همین امیر گفتیم که توبه کو دلیلا گفتیم دلیلا درست بود. بیان بکو خلاص. یک دقیقه صحبت بکنم. یک موضوع را ما کشودم بکنم ان شاء الله. در گروه خودش وقتی گفت اصل بیان کردم، گفت که مگر اصل دین نیست، گفت یعنی که اقرار اصل دین. برای چی ما حکمی، یعنی که سخن ایران ما حکمی ظاهرش گرفتیم، با خاطر حاضر گفتیم تا که تو که بفهمی و همین طور تو اومده تفصیلات دادستی در تهمت کرده که گفته جهاد فتنه است. شیخ تفصیلات قبول نمیکنی. پس باشه بعض وقت آیه موبایل داریم سبقت اللسان میفهمین یا نمیفهمین یا طالب نیست قبول نداری. الله المتعال تو کنی خود قبول نداری. صحبت خود قبول کردم که اومدم گفتم از زبانم ببین گفتم که سبقت اللسان یعنی فرض بعض وقت چیزی میگه که اینی است. ما که شیخ در موضوع خودش تفصیل. خب بگذار بارک الله فیک. در کانال ابو حنظله جوانمرد بنده قریب تو آخری صحبت دست برداشتم یک نفر، بله من بسیاری سخنها شما گوش کردم لیکن اجازه نبود، اما یک سخن کرد که میگه شما اجازه نمیدید. الله المستعان. در کانال خودت بغیر از خودت کسی دیگر صحبت نمیکند ابو حنظله، از الله نمیترسی؟ اجازه ندادی با یگان کسی در کانال ما پیام خود را گذاشتم خلاص کردم. اینجا به خاطر آمدم که ابو محمد مدنی از خود دفاع کرد، همزمان بچه‌ای که به منصفانه گپ بزنه، همزمان آمد چی کار کرد که قوم پرست کرد، قوم پرستی کرد، قوم خود بیان نکرد. در حالی که آمدیم گفتیم که ببینید که ابو حنظله حفظک الله بیاد برادر رو خواهش میکنم همراه نشیم، خواهش میکنم بیاد منو ابو حنظله آرام معذرت خواهی میکنم، نیتی من کنده شد. این مسئله هم حل میشه برادر عزیزم. یک لحظه
نت کنده شد. بارک الله فیک شیخ. بله صحبت کنید شیخ. البته گپ درباره یعنی میکروفون منو باز کردن. بله در اینجا بعضی شاید فکر نکند که مقصد من درباره میکروفون خودم یک 3-4 بار صحبت کردم. گپ درباره این است که برادران اهل توحید زمانی که به ما اجازه نمیدهند، لیکن در اینجا اومده بی‌ادبی کرده بود، تهمت میکنن که میگه شما اجازه نمیدید. واقعا به هر یک انسانی که کمی اگر گویم که ناموس مردی داشته باشه سختش میرسد که آخر سبحان الله یک انسانی که در کانال خودش عموما اجازه نمیدهد، لیکن در اینجا اومده چه خیلی خواهد صحبت میکنه. به همین خاطر یعنی ظلم شما از ناموس گپ نزنید، به ناموس میگوین مردم از صدایتون از به ناموس میگوین بی آبرو، هر چی از لرتون شما گپ نزنید، بگذارید که ابو محمد مدنی صحبت کنه. شما که هر چیزی که اصلا تو اومده شما تهمت نکنید. شما مخیر در اینجا اجازه نمیدید گفته. ببین من بیان کردم، ببین عقیده خود درباره ابو محمد مدنی بیان کردم، گفتم که در اینجا نمی گفته خطا کرده، کفر انجام داده، بیای امیر بیان بکنه. نگفتم که بیای از خود دفاع بکنه. بیای ابو حنظله یک تا خواهش شما هم چک طالبین و اگر هر خواهش به خاطر الله، هر کسی که یک از جهت فایده و ضرر یک عمل همینجا فسادش به بالای مسلمان ها بیشتر شد بگوید همین عمل کی کدام علما تکفیر کرده است، نام کتاب، صفحه کتاب، رقم کتاب، گپ خودتون نه، شرح خودتون با آیت نه، بسم الله از کتاب ذکر بکنید که یک انسان یک عمل از جهت فایده و ضررش گفت که در اینجا ضررش برای مسلمان ها بیشتر شد از فایدهش گوید. از فایده و ضررش چی کار داری ابو عبدالرحمن؟ ببین از فایده و ضرر این فتنه گفته، اینمی گفته که نمی حمله فتنه است. فتنه دلیل بیارید، همین به دلیل بیارید. این شرط داده دلیل نمیست که میگه فتنه است. ابو حنظله مگر الله نمیگه که جهاد فضل است، نمیگه که سبحان الله. گوش بگی ابو حنظله همیشه گفته. ببین ابو عبدالرحمن شما کوشش کنید تابع حق باشید. ببینید گوش بگی از زمین که پای خود بگذاره. اگر ما همین بیان کردیم از زمین تو این واضح ما دقیق گوش کنیم، واضح هم همین مسئله احزاب که صدا زده بیاین از هم دیگر دفاع بکنیم، صدا میزنه میگه بیاین رحم بکنیم با کفار مشرکین. تو کلمه رحم میاری که بیا بالای رحم کنم، تو رحم بکن، چه رحم بکنه بالای تو کفار مشرکین یهود نصارا مرتدین؟ نه. و دوم فتنه دیگه اینه که فتنه گفتم. ما میگم مثلا کفر بیان کردیم، گفتم اینمی کفر است، اینمی رو بیان کنه، اگر نمیکنه ما برات میکنم، بیزاری میکنم، از من اگه پس میکنه بکنه، نمیکنه بسم الله. ابو حنظله به خاطر الله گفته استادم چگونه که بعضی سخنهاتون شما شرح داده استادید، ما شرح شما رو قبول کردیم، گفتیم تمام قبول است. همچنین قبول نکردین. ما پیشتر در گروه تان درآمدم چه چیزایی میگن. نه ابو محمد مدنی قبول کردن، شما میگن که تو من ما بهتان کرد، چیلو فلان گفت، قوم پرستی کرد. شما از الله نترسیدین گفتید قوم پرستی کرد؟ آیا نامدم کفریات از دو طرفان بیان نکردم؟ شما چرا از الله نمیترسین بهتان میزنید؟ ابو حنظله نه همین مسئله خطا کرده، ما گفتیم برشان بیان کردیم، اونو بیان بونمو بیان استاد هستیم، بونم خلاص خیر، نه گستاخی کردیم، نه بی‌ادبی، نه بی‌احترامی و آنچه که حق است کفر شد. کفر کردید بیا بیان کو بگو کفر کردید، هیچ نترس از کسی. صبر. من خیلی به شما وقت دادم که یک لحظه با من صبر. شما گفتید که مسئله جهاد اصل گفتم به انا همین بچه‌ها ایدار است که و من وقت نمیده سری مرا گیج میکنه، این طرف اون طرف مثلا کشوله میکنه، برای همین ما ایدار کرده در این گروه. لیکن در گروه خود شما در همون گروهتون انا میگه برادرها شاهدن که شما در همون جمع اصل دین گفتید، در اونجا که ایدار بود، در اونجا که من نبود. امیر گفتم از شما انمی از زبان میره با جایی که گفت فرض الله است، گفتم از اصل دین، گفتم این فرار میکنی یا فضل الله را تو چیز میگی، حکم الله را فرض الله را میاری، چی میگی؟ زبان ما کمی کلتی کرده مثلا. تمام بهتری قبول است. ما ببینید ما قبول میکنیم این سبقت اللسان معلوم است. ما سبقت اللسان
آفرین انا طور یا بگو یک نفر حالا اگر ما به گپم پافشاری کردم باز تو دیگه شروع که تو بکو اگر من گفتم نه بله گپم ما صحیح اصل است ما گفتم فرض شده فرض الاست و برای تفسیر کن یعنی ای بریده فرض شده قبول کردیم فهمیدیم تمام. من مسئله همون احزاب اگر همون احزاب به دفاع کردن من شنیده باشی و سبقت اللسان خطا شده همون گپ کفر است. اگر همون گپ از من برآمده باشد من توبه کردم داونو من پیشتر 10 بار توبه کردم. از تو برآمده نشد برآمده شده اما از تو برآمده شده نگفتی را نگفتی من کل سخنرانی گوش کردم والله قابلانه رفتار میکنم نگفتی نگفتی که من توبه کردم گفتی که نشده هنوز دفاع کردی که من خطا نکردم. سبقت اللسان است سبقت اللسان نه سبقت اللسان نگو را مسئله است که خودت با پافشاری دیدی چند ما گفتی که اینا نیست. بله ببینید من از اول نه من پافشاری نکردم. من از اول گفتم که جمله من مجمل است خطا هست وحدت و اینیان به دعوت کردن کفری اکبر است. خطا نیست این کفر است ببین کفر است شاگردان بفهمن. یک لحظه من عادتم است که نفرم میگذارم صحبت کنم اینطور نیست که میگذارم صحبت بکنم اما قبول بکن حقا. تمام کردی؟ صحبت تمام کردی؟ خاموشی را کمی یاد بگی. یک لحظه من کم است خیلی خاموشی شدم دوری هیچ بکنه نمیرسم. من در همون اول انا همینجا نکم از 100 کس شاهدی میتونم حضور همینجا نکم از 100 کس شاهدی میتونم که من همون مسئله را بیان کردم گفتم که این مسئله مجمل و بعض عباره‌های تاجیکی لهجوی خودم گفته شده است. ما رحم گفته عدل و انصاف طلبیده نمی‌کنیم. اما اگر شما همین کفر دونسته باشید ما توبه کردیم در این مسئله. زیرا که عقیده ما این مسئله نبود. عقیده ما این نبود. عقیده ما یک چند سال پیش هم میدونه که وحدت و اینو طلب کردن کفر شرک میدونه. همینجا خطا شده است همین شده است. هم توبه کردم هم قصد ما بیان کردم. انا این مسئله ای دوستای عزیز انا خود ابو محمد مدنی میگه که بله این مسئله کفر بود انا توبه کردم. درست شد؟ من در همون وقت درست شد شیخ عزیز یک درست شد منزله برادر سلام علیکم. نورستانی صاحب متوجه هستم برادر. صحبت ما رو خطا فهمیدی ابو انزله. من گفتم صحبت من مجمل بود. از این صحبت من عده کفر فهمیدم. عده که مرا میشناسند از عقیده من با خبرن کفر نفهمیدن. کسایی که کفر فهمیدن به اونها گفتن که آره صدای پلی بکنم بیار برات از گوشی رو باز کنم پلی کنم گوش میدی. صحبت من سبقت اللسان بود. چخیلی که سبقت اللسان خود نه ببین یک کلمه را گفت اگر تو یک ببین چی گفتی اونجا گفتی که ای قوم ما غمخوار نداریم بیاین که از هم دفاع بکنیم. بله ما در درون این قوم بیاین ای احزاب ای حزب 24 ای حزب نمیدونم نهضت اسلامی بیاین از هم دفاع بکنیم. آیا بله نگیره این مسئله است که از کفار و مشرکین کسی از کفار و مشرکین بگوید ای کفار و مشرکین ای مرتدین بیاین از هم دفاع کنیم. ای دشمنای الله یا خود دشمنای الله هستند بیاین از هم دفاع کنیم. این که منو میگه با صدای تو قرآنی در تکرار است. تمام عرفت خود بیسته برادر فهمیدین از کفار مشرکین اگر طلبی دفاع کنه کافر میشه. تمام خیلی گفتی نگفت این چی منو میگه یعنی همین نگفت است. من به تو میگم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلام از طائف برگشتن ضعیف قدرت باز نرو ببین باز ببین خلط میکنی باز می دفاع میکنی از هر خطایی که بیان میشه می دفاع میکنی. نه باید خطاگی منهجی کردی اجازه بده علم نداری اجازه بده من به تو اجازه بده نه خطای منهجی آقای منهج پیغمبر نیست رحم کردن با کفار رحم کردن با مشرکین منهج رحم کردن با کفار جاهل است. برادر انزله برادر قسمی فهمیده نمیشه تا کارو میکنیم خیلی وقت میگذاریم شیخ هم گپ بزنه 3 دقیقه خود تو 3 دقیقه گپ بزن. نه شد هیچ اصلا نتیجه نمیده قبول نمیکنه هیچ وقت قبول نمیکنه. توضیحات خدا میده توضیحات از قرآن و سنت توضیحات شنیدم نورستانی توضیحات شنیدم خیلی دیر شنیدم. من قرار وقت ما امروز خصوصی صحبت کردم گفت میان صبح اون برش بگو صحبت کردیم 2 ساعت صحبت کردیم گفت میان در صورت خطا شده میان بیان میکنم اما نه در ویدیوش موجود است شیخ میگه بگو فهمیال بیان کرده میگه خدا میدوش نمیگه من کفر انجام نمیگه. اگر تو خود چرا این کار میکنه بگو که همین تو واضح بگو دروغ میگه نورستانی دور انداخته گپ میزنه میگه که شما فهمیده باشید ما فهمیدیم که کفر است ما فهمیدیم سخن کفر جناب انزل است. قسمی موضوع فهمیده نمیشه تا کار میکنیم 3 دقیقه شیخ گپ بزنه 3 دقیقه خودت گپ بزن که تو که موضوع روشن شد فهمیده شد. اگر شیخ دلیل پیش کرد و دیدی که مخالفت مسئله را ببین نورستانی صحبت شد
صحبت شده در این مسئله، صحبت کردیم. باز حالا بیننده هایی که ناحق هر چی بگویم بپاید برادر همین 400 نفر که در اینجا هستن وقت از جام زایی نشود یک چیز خویم یاد بگیرن. شیخ همین گپای خدا میاره از قرآن و سنت بیان میکنه، اگر دیدی مخالفت با قرآن و سنت بود ردش بکن تمام. گوش کردیم گپایش، گوش کردیم درستانه، گوش کردیم صحبتاش. ما میگم گوش کردم میگه صحبت میکنه. ما اینجا اومدیم تعلیم گرفتن. ای ابو حنظله 10 minut وقت گته گپ زد مون شک صحبت از برای الله شما چه گپ دعوت کردی مون این صحبت 10 minut هر چی میگه بگید با صحبت کرد. سبحان الله. ابو حنظله برادر خیلی خود 3 دقیقه گپ بزن، بعد 3 دقیقه بود شیخ ابو 3 دقیقه شیخ گپ بزنه، درست است؟ بله فقط 3 دقیقه صحبت کنم. درست است شیخ بفرما. 3 دقیقه دیگه مایک خیلی بند بکنید. عمران نورستانی شما وقت نگاه کنید که عدل شود، وقت شما نگاه کنید عمران. بله به من این مسئولیت ندارم. باشه خیر باشه من میکنم، مشکل نداره. شیخ صاحب عزیز 6:24 از بفرمایید. حالا نوبت است برادر، من معذرت میکنم صدا پس میدم. بله شیخ صاحب صدایتان از بفرمایید. بارک الله فیکم. ببینید بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علی رسول. چه که برادر ابو حنظله رو شنیدید، ابو حنظله میگه که طلب دفاع کردن از کفار میگه این چی رقم است، یعنی این کار میکنه به همین طریق. من میگم که برادر عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین کفار در قریش در مکه مکرمه زندگی میکردند و بر اومدن روزی از روزها به طایف برای دعوت رفتن. همه میدونید، همه شما میدونید که به طایف برای دعوت رفتن و وقتی که از طایف رجوع کردند و گشتند و آمدند در همه سنن و مسند وجود دارد که و مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو داخل کرده، نگذاشتن که پیامبر به مکه داخل شد. گفتن به تو دیگر راه نیست، تو دیگر تمام به مکه داخل نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به هر یک قبیله در مکه که قبیله ها گوناگون بودند، یک چند قبیله ها بودند و قبیله ها خبر فرستادند که کی من رو محمد ابن عبدالله رو حمایت میکند در همین عقیدم در همین دینم که من در هم مردم دعوت و میخل یعنی در آمدن به کی یعنی چی میکند اجازت میکرد و یاری میکرد و شفاعت در بین این دیگر آدما میکرد. من میدونم مشرکین این طلب دفاع پیامبر صلی الله علیه و سلم رو یک به یک انکار میکردن ولیکن یکی از این قبیله ها از همون مشرکین قریش پیامبر صلی الله علیه و سلم رو طلبشون رو قبول کردن و گفتن که تمام محمد در دفاع ما هست، محمد صلی الله علیه و سلم از این روز عبارت در زیر دفاع ما است، محمد صلی الله علیه و سلم به چی داخل می شود؟ به مکه داخل می شود. هر کسی که به محمد راضی نیست در همین مسئله به مکه داخل شدنش و ما می جنگیم، یعنی ما به او می جنگیم. انا همین رو دلیل کردیم و گفتیم که در بعضی حالت ها اگر کافرها به شما شرط شروط نگذارد و شما یگان جاسوسی نگذارد، فقط شما از اونها طلب دفاع یا طلب پناهندگی کنید، اونها به شما دفاع کنند و پناهندگی ترکی بله از دیگر قوم کشتنش یا یک جا داخل شدنش، از ظلم از تهمت های بر دروغ شما را دفاع کند و اجازت بدهد که شما را دیگرها نکشند، از یک کافر باشد هم طلب دفاع کنید باقی ندارد. و این را در تمام کتاب های عقیدوی یا فقهی یا حدیثی پیدا میکنید. در کتاب نواقض الاسلام هم یکی از علما علی بن خدیر خدای طلب الاستعانه من الكفار باید ذکر کرد. استعانه از کفار یعنی طلب کمک از کفار، این ذکر شده است. من همین چیز هم حجت گرفتم و از همین حجت گفتم که ای کسانی که بعضی کسایی که خودش مسلمان میگوید اهل بدعت است، شاید از این طرف از اون طرف هر گونه آدم باشه، اگر چی ما به هم دیگر اختلاف داریم عقیدتا، ما شما را کافر میگیم شما ما را ایمان میگید، لیکن امروز اگر شما عدل خواهید بیاید دفاع کنید، ما رو دفاع کنید و ان شاء الله سبب خیر شما میشه، روزی از روزها هدایت میشه. انا میگم و ما نگفتیم که ما به شما هم کاری میکنیم، ما شما را جاسوس میشیم، نه، برای اینکه دیگر هیچ یک عدل را از هیچ از اینا دیده نشد. از همین دلیل و وقتی که دلیل دوم پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که اذیت و آزار شیخ عزیز وقتتون پوره شد، 3 دقیقه پوره شد شیخ عزیز. بفرمایید جوانمرد صاحب عزیز هستین برادر عزیز. بله بفرمایید جوانمرد صاحب عزیز، ما تا این قید میکنیم. برادرای گرامی، ما باز هم صحبت ابو محمد مدنی رو شنیدیم، با وجودی که پیشتر هم ما اینجا رد زدیم به هر دو طرف عادلانه و منصفانه، بعدن باز ایشان آمدن به جای اینکه تمام صحبت ها رو بکنن، اما صحبت هایی که به خودشان بد تاثیر کرد اونها رو آمدن ما را خوب تحقیر کردن،
خب دشنام دادن که ای جاخل و ای فلان فلان در گروه خود. یکی و دوم وقتی که ما آمدیم انتقاد کردیم و برات بیان کردیم که فرض الله را، حکم الله سبحانه و تعالی را حکم میشه تو میای فتنه میگی برای کفار و مشرکین، آیا این مگر مخالفت با قرآن نیست؟ آیا این انکار از آیات الله نیست؟ آیا به ضد قرآن گپ نزدی؟ یکی و دیگه کار بیان کردیم، گفتیم که آیا تو صدا نزدی ای قوم ما، ای احزاب، ای حزب نهضت اسلامی، ای حزب 24 بیاین از هم دفاع بکنیم با وجود اختلاف نظر. حالا بیشتر چی میگه با وجود گفتیم اختلاف عقیده ای داره. نه عقیده ای چیز نگفتی، فقط گفتی که با وجود که اختلاف نظر داریم بیاین با هم یک جا با هم دفاع کن، از هم دیگر دفاع بکنیم. نه این کسی گفته که متحد شیم، نه این نگفتی متحد شیم، گفتی از هم دفاع بکنیم. دفاع بکنیم یعنی چی؟ تو دفاع را چی میگی؟ دفاع که همین معنیش است که از همدیگر دفاع بکنیم، یک دیگر خود حمایت کنیم. این نمیست دفاع، نمیست. هر کسی کفار و مشرکین به دفاع صدا بزنه و خودش به دفاع کفار و مشرکین نکنه، در کفر و شرکش کس شک داشته خودش کافر میشه. این کفر بواح واضح سریع، این کفر بواح واضح یعنی سریع و روشن است می آمدی و در مسئله فتنه گفتن تو واضح است. آیه قرآن کریم است. گفتم کتب علیکم القتال، بیشتر از پیش شما خطا شد، گفتم این اصل دین است. نه از زبان من خطا شد، گفتم که این فرض الله است. تو آمدی گفتی که نه این فتنه است. ما دو انتقاد دو خطای تو را بیان کردیم، قبول نمیکنی. از اول که بیان کردی انداخته میگه ولی من توبه کردم. گفتم او روز برای خودم باز بیان کرد چی میگه ما از این مسئله توبه کردیم. اما حالا چی میگه؟ نه حالا توبه شما رد میکنه، یعنی توبه هم نکردیم. حالا چی میگه که نه این مثلا حال دلیل مرگ پیامبر صدا زد که به سه که دلیل ها را آورده میره برای کفر خود، مثلا دلیل آورده میره که نه قبول کنی که ما کفر انجام دادیم. بگوین که نمی از پیش ما خطا، هر کسی خطا میکنه، هر کس، هیچ کسی معصوم نیست جز انبیاء علیهم السلام. ما شما من حیث کسی که خودت میگه ما تابع قرآن و سنت هستیم، ما خطا میکنیم، خطا خود بیان بکنیم، بگویم نه کفر است، نه شرک است. بیشتر بیان کردم نورستانی سے تمام صحبت ها رو ما بیان کردیم و نور عادلانه گپ بزنه بیان بکنه. صحبتی ندارم دیگه، ما بیان کردم 40 دقیقه تمام کار زدم و گپای شیخ مدنی رو ما شنیدیم، مکمل شنیدیمش. یعنی هیچ نیاز نیست که با ما قیل و قال دلیل آورده بره. دلیل آدم وقتی که واضح مسئله روشن است، کفر شرک این مسئله واضح است دیگه. گفته که بله حمله که به مسکو شد فتنه است و اونجا میگه با وجود اختلاف نظر داریم هم دفاع کنیم، دفاع بکنیم. خلاص شد. انا این صحبتای ماست دیگه. خلاص سه دقیقه پورا شد. خیلی وقت خود بزنیم برادرک. من اینجا فقط یک تایم قید میکنم دیگه، کدام مسئولیت ندارم. شیخ عزیز بفرمایید. ما در موضوع علمی بسم الله والحمد لله. بارك الله فيك. من سخن ابو حنظله جوانمرد رو شنیدم. ابو حنظله جوانمرد تا به حال نفهمیده ایستادند. من در بین همین برادرها 3-4 بار نه 10 بار پیشترم همین تهمت رو به من کسی کرده، 50 بار تکرار کردم که ما وقتی که مسئله مسکو رو گفتیم که این یک فتنه برای مسلمان ها شد و این یک از نظر مصلحه و مفسد خطا شد، این به یک قضیه ربط دارد، قضیه که از نظر شریعت مصلحه و مفسده براش تعلق دارد. این مسئله تعلق بالعموم، انا همون جهاد به ندارد این چیز. من اینا 10 بار گویم این آدم از ما قبول نمیکن. حاضر مسئله که اصل دین یا اصل دین نیست گفتن، ما یک بار به قبول کردیم، ما دیگر تکرار نمیکنیم. لیکن من حالا چند صد بار گفتم که این مسئله به همون قضیه، یک قضیه که از نظر شریعت علما اجماع رو نقل کردند که مسئله قصاص ربط دارد به مصلحه و مفسده و به قدرت. قصاص گیری و ضررش زیادتر شود، قصاص دیر میگیری. قصاص گیری و ضررش زیادتر شود، همون وقت نمیگیری. انمی قگاب ما نگفتیم که بالکل این عبادت بزرگ قله بلند اسلام هم تو آمده چی باشد؟ فتنه باشد. کسی که همین چیز به ما نسبت میتید، والله این تهمت به ما هست، این دروغ است و البته که در نزد الله جواب میده. برای همین میگم که سخنی که حالا به من نسبت داده شده است ابو حنظله دروغ است. من نگفتم که این عبادت ریش و بیشش فتنه است، قصاص ریش و بیشش فتنه است. همین یک قضیه معین که ربط دارد به مصلحه و مفسده و این به میشد که یک کس خوب گوید، یک کس میشد که بد گوید. یعنی گوید که خطا شدم اینجا فتنه شد گوید. اگر خطا گوید همین سخنش خطا برایت هم کافر گفته نمیشد. اینجا فقط جاهل ها
یا که غلو کرده ها تکفیر میکرد در این مسئله. این مسئله اجتهادی است. خطا کردن ممکن، بله علمای بزرگ دارند، علمای حق گفتند. ما طالب علم، من شخصا همینجا گفتم که فتنه شد تا جایی که خودی بنده دیدم. اگر شما بگویید که تو خطا کردی، بله بگویید که خطا کردی. من اگر خطا کردم گفتم، اما تکفیر کردن به حق ندارید. تکفیر کردن ناحقی، ناعدلی و جماعت را به سر خود گرفتن، خیلی سخت بالا بردن و در اساس جماعت تکفیر کردن غیر جماعت. و علمای جماعت به یگان تا مسئله به مسئله مفسدشون درست نیست گفته که آدم خطا کرده باشد هم تکفیر کردن غلوی آشکار واضح است. مسئله دوم، طلب دفاع کردن از کفار مشرکین و در بعض حالت ها کفار مشرکین شما دفاع میکنید یا همراه اونها یا اونها شما را دفاع میکنند. طلب الاستعانه من الکفار. بیاید نواقض الاسلام کی در کتابش است در نزدش. بیاید نواقض الاسلام علی بن خدیر کشوین. بیاید هر یک طالب علم که اینجاست اینترنت بزنید، مکتبت شامله بزنید. طلب الاستعانه من الکفار. با مزه تایم پورا شد شیخ صاحب. اگر میگن 4 دقیقه بگیرم وقت برادر انزله و شیخ صاحب از 4 دقیقه بگیرم که تا که موضوع نه ببین رسانی صحبت همینجا ببین بیشتر صحبت کردیم، بیشتر هم صحبت کردیم. خوب گوش بگیر. تقریبا 40 دقیقه تمام صحبت ها را بشنوم. پیام ما آن عمی است، عقیده ما هم است. نیاز ما نمیبینیم که قبول کنیم که دیگه اصلا این مسائل نمیخوام بخشم. اون عقیده که بود، اما اندیشه که داشتیم در این مسئله، فهمی که خود ما داشتیم، این فهم ابو محمد مدنی است که او رفت نگفته و فهم ما امیسته که هر کسی بیاید بگه که این حمله بالای کفار و مشرکین فتنه است، جهاد است. ما فهم ما از قرآن امیسته که ما او را میگیم بله این فتنه بگو یا جهاد کافر است و اون مسئله حزبشان که واضح روشن است. اگر میگه که کفر است توبه میکنه درست، اگر نمیکنه ما همیشه میگیم براءت میکنیم و صحبتای کردیم عادلانه و منصفانه میگیم که ما از تمام صحبت خود بیزار هستیم، براءت میکنیم درباره ابو محمد مدنی. اصلا دیگه نه دفاع میکنیم و نه این حمایت میکنیم، چرا که پیش ما دیگه خلاص است. تمام شد حرفایتون ابو انزله؟ بله جزاک الله خیرا. سلام. بفرمایید شیخ عزیز. اولا 3 دقیقه من وقت دارم. من میگم که حفظك الله شیخ عمران، من نیاز به دفاع یگان کسی ندارم، نیاز به تزکیه شما ندارم و از شما یگان مرتبه طلبم نکردم. این چیز گفتن این از روی آداب و اخلاق نیست. و ثانیا مسئله نقطه دیگر این است که ببینید حالا اینجا تقریبا 400 نفر شنیده شده است که من یک لحظه پیش گفتم که من این مسئله رو بالعموم فتنه نگفتم. عقیده من این است که یک امر الله را فتنه گفتن کفر اکبر است. یک عمل مخصوص به اصلش در قرآن آمده چیز به اصلش فتنه گفتن کفر اکبر است. اما در مسئله تطبیقی بعضی از جزئیات، در مسئله تطبیقی مثلا قصاص اصلش در قرآن است، فتنه نیست، اما بعضی آدم تطبیق کننده از سبب خطا به فتنه گرفتار شدنش ممکن است. بیاید یک مثال، یک آدم را به قتل رسانید. این آدم قوه ندارد، رفت به خانه او هجوم کرد، قاپیدن این را هم به قتل رسانیدن. آیا همین قصاص، همین کردن همین آدم اگرچه اصل قصاص در قرآن است لیکن ضوابط داره، شروط داره، من این در نظر دارم. قصاص کسی که بالکل در قرآن آمده میگه قصاص فتنه است، قصاص جایز نیست، کفر اکبر است. اما بعضی از قصاص ها باعث فتنه شدنش ممکن است، بعضی از قصاص ها شرط و شروطش به جا آمدنش ممکن است، بعضی از قصاص ها سبب ضرر زیادتر شدنش ممکن است. این را از نظر مصلحه مفسده به اجماع ثابت است. من این گفته ایستادم که از سبب نفهمیدن مسئله متاسفانه ابو حنظله باز تکرار کردن که من بالعموم یک چیزی در قرآن آمده را فتنه گفتم. ادامه میدیم. انا همین خودش یک ظلم به برادر مسلمان است، همین ظلم به من است. من نگفته، من حالا گفته استم که من یک چیزی که در قرآن آمده فتنه گفتن رو کفر میدونم، اما در تطبیق قصاص در قرآن است، فتنه نیست، حق است، حیات است، اما تطبیق کننده شرط و شروط دارد. هر کس قصاص گفته رفته از پیش خودش هر کار کردن باق ندارد. مصلحه و مفسده را باید نظر بگیرد، ضرر و فایده را نظر بگیرد و مصلحه عام تمام مسلمان ها پیش از مصلحه یک عده میایستد. از همین جهت یک کس یک کار، یک قصاص یک کس گرفته رو خطا یا که ناخطا گوید، در این حالت کافر نمیشم. بله شاید من خطا کرده باشم، شاید من در اینجا فتوا یا سخنی گفتم خطا باشم، اما کافر نمیشم، زیرا که من اصل قصاص قبول دارم،
اصل آیت قرآن قبول دارم، اصل تمام عبادت قبول دارم. انا همینجا تکفیر کردن انسان یک تهمت، بهتان در اساس یک حقد نفسی، تکفیر در غلو است. مناط تکفیر این میگه که جهاد فتنه بود، من میگم که نه، من نگفتم. این میگه که قصاص فتنه بود، والعیاذ بالله من نگفتم. من همین عمل خودش معین گفت، یک عملی معین. یک آدم قصاص میگه دو میرد حق کار میکنه. وقت پوره شد. بفرما جوان مرد عزیز. خب جزاک الله خیر. ببینین دو مسئله را یک جای خلط و ملط میکنه. ما آمدیم در مسئله فتنه گفتن حمله مسکو صحبت دارم، این مسئله قصاص داخل میکنه. ما برش میگم که امیر فتنه گفتی، حمله را ما قتال میدانیم، این امیر ما جهاد میدانیم، این امیر هم میگیم فتنه گفتی. و مسئله قصاص و علایده است که بیان کردی، به خاطر کودکا و زنا و نمیدونم چی گفتین، چوپانایشان و کسایی که باغداری و زمینداری میکنه، اون مسئله قصاصی که بیان کردین، او بحث علایده است که خودتان اینجا قبول کردین که بله در مسئله قصاص خطا کردیم. ما در مسئله فتنه گفتن جهاد میگم، حمله کردن، حمله خودم جهادی صورت گرفته اونجا کجا بود؟ در داخل دیسکوتیک و فحشا و فجور، اونجا کفار و مشرکین با هم خلط و ملط بودن، حمله کرده. بیا یک نفر ما را چی بکنه، از گوش هر کارش بگیره، تو بیا این طرف استاش باغوان هستی، تو بیا این کارو کو این کارو کو. در مقابل مسلمان ها چی کاری صورت میگیره که بیان کردم، گفتم که چقدر ظلم میکنه، نه طفل ما را، نه زن، نه لیسافید، چیزی رو کفار مشرکین میمونه. خود این مسئله خطا کردی. خود جهاد تو فتنه گفتی، همین حمله که در صورت گرفت فتنه است. یعنی از این مسئله میگم، اون مسئله قصاص ده خلط نکن. قصاص است گفتی در مسئله قصاص ما خطا کردیم، نه خودت مال باز اقرار کردی. مسئله فتنه گفتن به اقرار یک. و در مسئله دومی سمی که گفتی که از احزاب دفاع میکنیم، بود میری باز دلیل میاری، دلیل درست نیست، دلیل هیچ اصلا قابل قبول نیست. کفار و مشرکین چطور میتونه که یک نفر متدین بگویه که دین ما بالای شما رحم میکنیم، شما به ها رحم بکنید؟ اما در کجای قرآن گفته که برای کفار و مشرکین رحم بکنید، بالاشان رحم کنید؟ آیا میتونه کسی مسلمان کافر مشرک رحم بگوید؟ هر کسی مسلمان کافر مشرک با رحم بگوید بیا کلمه رحم برش بگوید که این چی کار میشه؟ از الفاظ کفری مگر نیست؟ رحم چی معنا میده؟ رحم خودت یک تشریح بکن، دفاع تشریح بکن. اگر عدالت میگفتی بیاین عدل رفتار میکنیم، میگفتیم بیا اساس. یعنی عدل رفتار چیست؟ یعنی شما با حربی ما در حرب است، ما با حربیتون جنگ میکنیم. این مسئله دفاع است. چی است؟ اما تو چی میکنی؟ میگی که بیا دفاع میکنیم، با هم رحم میکنیم، میکنیم. عدالت نگفتی، تو گفتی دفاع میکنیم، رحم میکنیم. بیاید با وجه اختلاف نظر داریم، میگه یک کفر واضح است و این نبرد مسئله او که با هم دیگر مثلا چی میکنین، عدالت میکنین، پیغمبر عدالت کرد، چی کرد، اونا را او طرف و یکی مسئله فتنه گفتن مسکو هیچ نمیگی، میای باز مسئله قصاص داخل میشی. همین مسائل واضح و روشن، هیچ طرف و طرف نرو، خواهش میست هیچ طرف و طرف نرو، بیا تابع حق باش، توبه بکو از کفر خود علنا، خلاص. جزاک الله خیرا. دیگه صحبتی ندارم. نور ثانی وقت خودم شیخ مقدار بزنم و خلاص شویم. صحیح صحبت شو کنه که صحبت بکن. بفرمایید شیخ. خودتون میفهمین که موقعیت ما خراب است. الله همه اهل توحید موحد نفیس بکند. اما بعد من چرا گشته و برگشته قصاص رو گفتم برادر عزیزم؟ زیرا که در اول همه نماینده های انا همون جماعت آمدن و گفتن که ما قصاص میگیریم، اونها خواهر برادرهای ما رو کشته شدن، ما رو کشتیم. ما وقتی که گفتیم که زنها رو کشتن ممکن نیست، اونها گفتن که در قصاص ممکن است. ما گفتیم اگر هجوم کرده باشد زنها رو کشتن ممکن نیست، اونها گفتن که نه هجوم نه، این قصاص است. برای همین ما کسی رو خواهیم میکنیم این شخیلی که مسلمان ها رو کشتن ما رو کشتیم، نه قصاص گفتن. و خود شما هم ابو حنظله وقتی که در گروهتون صحبت کردید، برادرها به من ارسال کردن که شما چی گفتید؟ اینها به خواهرهای ما تجاوز میکنند، به اینو آن میکنند. ما هم کردیم. یعنی آیت را آوردید، بعد از این آیت قصاص را آوردید. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فإن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. این دو آیت رو شما مگر در همون گروهتون نگفتید؟ مگر این آیت قصاص نیست که الله میگه فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؟ اگر به شما عقاب کردن شما مثل همون عقاب کنید، اگر به شما اعتدا کردن مثل خودشون اعتدا کنید. صحبت شما که علما من یک طالب علم میفهمم که از کدام سیاق است،
آیات‌هایی که حجت آوردید از کدام سیاق است؟ سیاق قصاص بود. از همین جهت من قصاص صحبت کردم. من فکر کردم که شما میفهمید که چی گفته ایستید، لیکن متاسفانه نمیفهمید که چی گفته ایستید. آیت مگر نآوردید در همون صحبتی که در گروه کردید که فین عاقبتم مگر نآورد. این آیت قصاص است که الله میگه اگر عقاب کنند مثل خودشون عقاب کنید. از آیت قصاص است. و بعد از این هجوم هم مصلحه مفسده به ربط دارد. هجوم هم به مصلحه مفسده ربط دارد و هجوم هم به خودش قاعده دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم مگر نگفتند که جایهایی که صحابه یکی از شروط ها رو میگه این تطبیقش اختلاف همه جا را اختلاف به اختلاف فرق دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که جایهایی که از آن ندا کرده می شود در اونجا خنبه ها نزنید، یعنی یک باره غفلت گیر نکنید. پس در بین کفار وقتی که مسلمان زندگی کند، وقتی که در بین کفار مسلمان ها آهسته توحید آموخته رفته ایستاده باشد، حالت عالم برای مسلمان ها وزمین باشد، شما روید یک کار کنید که ضررش به بالای مسلمان ها 2 برابر یا 3 برابر باشد، خواه این نامش قصاص گوید، خواه این نامش هجوم بگوید. در هر دو حالت هم شما آیا این هجوم کرده اتون رو، این قصاصی کرده اتون رو از نظر مصلحه و مفسده نظر کنید یا نکنید که همین کاری کرده من ضررش به من میباید، چی ضرر میباید و چی برای همه مسلمانای همه منطقه میباید. همین قدر گپ است. مصلحه و مفسده برابر دارد. و بار دیگر میگم من بله گفتم همون سخن رو که گفتم این یک ابتلا و یک سنجش و یک فتنه برای مسلمان است. اگر خطا کرده باشم هم مرا هیچ کسی کفر نمیگوید. فقط شما و امثال شما 2-3 نفری بودید که در یک مسئله جزئی آمدید از پیش خودشون، از پیش خودتون چیزی که من نگفتم به بالای من وادار کردید، از سخن من بافتید. وقت پورا شد. بله. وقت پورا شد. نورانی صاحب ببین صدا را همین پیام آخری فقط بحث دیگه خلاص پیش هم گفتم باز میاد داخل میشه در دیگه دارین میتونین نشر بکنین، صدا دارین نشر کرده میتونین شیخ جواب خدا میتونه داریم صدا هست ثبت کردیم. نورانی صاحب پیشتر صحبت کردیم در مسئله اینا باز داخل میشه پیشتر. خود شما نمیبینید چقدر صحبت های ابو محمد مدنی زد و نخیز است. پیشتر خودش یک دفعه بیان میکنه بله اگر گفته باشم در مسئله قصاص و می خطاش باز میاد از اون صحبتش باز دیگه فهم میکنه. یک بار دیگه باز چی میگه اگر کسی بگوє که جهاد فتنه است، حمله فتنه است، یه ما قبول دارم کفر است، باز بیا چی میگه بله یوم از خود مسئله مفسد داره ما کافر نمیشم. صحبتای خود زیر از اول تا آخر شما میلای گوش بگیرید که چقدر مثلا زد نقیس با گپ خودش رد کرده میره، گپ خودش رد میکنه، نیاز نیست من رد بکنم. یعنی ما پیام بایست که این مسئله واضح و روشن است، چرا نمیرد میگم فقط برای خود باز دفاع میکنی، هیچ قبول نمیکنه. نورستانی صاحب قبول نمیکنه خطایی که کردگی باشه یک تا میگه بله این تو راست باز دلیل بگو از قرآن حدیث به فهم سلف صالح دلیل بگو. از قرآن سنت دیگه دلیل از آیت قرآن کرده قرآن دلیل محکم هست. کی بود میمای تبان خودت ایدخه که بانک نه بیودوبی نکنیم برادر. ببین اینجا کلان نفاق من نورستانی نمیشناسم. نورستانی یک کسی که صاف فعالیت میکنه رسانه اینجا استاد است میاد بین عدالت کرده است کسی دیگه میاد که بیا دلیل بر آیا دلیل نآوردیم پیشتر بیان نکردیم گفتیم که نه بینی و تا بینش است. اگر اون مسئله که ما بیان کردم ابو محمد مدنی میگه در مسئله قصاص است، این مسئله قصاص در مسئله او گفتم که تو از چی از کسایی که زراعت ماهواری میکنن و از چوپان از این صحبت کرده بودی که اونجا آمده از خاطر از اونا گفتم که گفتی باید اینا سر از این حمله نمیشد از زنا و کودک بود مسئله قصاص بود. تو آیت خوندم من در اول گفتم که تو چطور میای این کار میکنی، تو چطور حمله را سعی کن اینا خوب متوجه نبودی. بازم صحبت ما این تمام است دیگه. صحبت نورستانی صاحب حسین اولم صحبت کرد شیخ معین آخر ما صحبت خلاص شد رفت. اونمو گپ ما استاد هستیم که دو خطا دو واضح ما دیدیم بیایم مردانوار خاکساران همین کفر واضح بیان بکنن ما هیچ چیز نداریم مشکل نه. اگر نکرد ما دیگه باش نیستیم ما خودش فهمید خلاص راحت میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دیگه ظاهرا فکر کنم البته ابو انزله برادر دیگه نمیخواین صحبت بکنن. شیخ عزیز خودتون میتونین صحبت بکنید وقتم خلاص شد. حفظك الله برادر اعظم عمران نورستانی حفظك الله و بارك الله فيك به ما آسان کردید. الله به شما آسان بکند و یک ترتیبی نظام زیبا را اینجا ترتیب دادید. الله حفظتون بکند. اما بعد برادر عزیز ابو حنظله میگویند که
سخنهای ابو محمد خودش به خودش رد است و ضد و نقیض است. یک بار میگوید که مثلا من یک بار میگفتم که کسی که این مسئله را انکار کرد کافر است، یک بار میگفتم که نه نفهم. این صحبت من از این میبرد که جناب ابو حنظله نفهمیدن. بله. من فکر میکنم بله برادرهای عزیزم امی ابو حنظله جایی نداره. نه یک لحظه هیچ کس به جاهل گفتن این شرط نیست، هیچ کس همراه نکه خواهش میشه. من یک بار دیگر سخن خودم به خاطر سخن ابو حنظله تکرار میکنم. برادر عزیز بیاد من از دیگر نظر به شما بگم. یک نظری تطبیق، یک نظر از اصل شریعت است. یک مسئله در شریعت است، اصل شریعت، و یک مسئله همون تطبیق کردنش است. مثلا نماز کسی که گوید که این فتنه هست کافر است، اما یک نفر بیاید نماز رو در غیر وقتش به مردم تعلیم بدهد، نماز رو به مردم در غیر وقتش تعلیم بدهد، ما میگیم این فتنه است. یعنی نماز در قرآن فتنه هست گفتن کفر اکبر است، زیرا که نماز در قرآن است، در سنت است. اما یک نفر نماز رو آمده به همون طریقه شریعت تعلیم ندهد، میگیم این فتنه کرد. من نمیدونم به مثال آوردن فهمیدید. بار دیگر کلمه جهاد در قرآن است، قصاص در قرآن است. هیچ کسی این از قرآن برآورده نمیتواند. این در قرآن است، این وجود دارد. این فتنه گفتگی آدم هم کافر است. این به خودی شرط و شروط قاعده دارد. هیچ کسی این فتنه نگفت، شرط و شروط قاعده دارد. هر کس از پیش خودش اعلان جهاد کرده جهاد گوید او حق گفته هم نمیشد. رافضی هم اعلان جهاد دارد، قبوری ها اعلان جهاد دارد. هر کس هر خیل فهمیده شده است. و اما ما اصل میگیم در قرآن و سنت هر چیزی که است فتنه گفتن کفر اکبر است. اما یک نفر از پیش خودش بیاید و در همون قرآن بوده چیز رو خطا انجام بدهد، انا همون عملی همون انسان را شما فتنه بگوید، این طعنه به قرآن نیست. برادرم من چی بگویم؟ مثلا امروز رافضه ها اسرائیل کتی اعلان جهاد میکند، ما میگیم یک فتنه هست برای مسلمان ها، مردم فریب دادن است، یک دروغ است، دروغ است، نمیکند همین کار. من وقتی که اعلان جهاد رافضه رو فتنه هست گفتم، دروغ است گفتم، آیا من جهادی که در قرآن است دروغ گفتم، فتنه گفتم، یا که عملی رافضه رو دروغ گفتم؟ من سخن رافضه رو، اعلان رافضه رو دروغ گفتم. برادر رو فرق گذارید بین اصل مسئله، اصل عبادتی که در قرآن در سنت است و یک آدم انجامش. و این چنین حالتی که در مسکو شد. در بالای این اختلافات زیاد است. مردم نظرهای گوناگون دارند و حق هم دارند برای نظرهای گوناگون پیدا کردن. در این مسئله ایده اگر یک جماعت بگوید که ما کردیم این عبادت بود، ایده دیگر بگوید که شما کرده باشین هم نباشین هم این کار شما در همین وقت و زمان درست نبود، از نظر مفسده خطا بود، یک فتنه بود، اگر بگوید آیا در قرآن بوده آیت های جهاد فتنه گفت؟ نه. در سنت بوده را فتنه گفت؟ نه. هم عملی همونها را که در همون وقت کردن گفت که خطا هست. این یک فتنه برای مسلمان ها شد، یک ضررش زیادتر از فایدهش بود. این مسئله ربط میدهد به مسئله فقهی اجتهادی. در این مسئله ها می شود که قسمی از علما این حق گویند، درست گویند، و می شود که قسمی از علما این خطا گویند. البته این جنده حق یک است. شاید من خطا کرده باشم، اما چرا من این سخنها را گشته و برگشته میگم؟ در این مسئله خطا کردن تکفیر کردن نمی شود. برادرم من همین میخوام به ابو حنظله فهمونم. اگر اصلی یک در قرآن آمده کسی این فتنه است، در قرآن آمده باشد فتنه است، گوید کافر است. قصاص فتنه است، گوید کافر است. اما از سبب شرط و شروط عملی بعضی از جماعت گوید که این فتنه هست، گوید این کافر نمیشه. مگر همون خطیشه دعوای جهاد نمیکند؟ مگر همون خطیشه چند عملیات خودش اعلان نمیکند؟ چقدر انسان ها میگه که این فتنه، اینا یک فتنه برای مسلمان است نمیگه؟ آیا همه کافر شده میگه گفته یا نه؟ یا تولیک نام جهاد میگیرن چیکار رو خواهم میکنن؟ اگر کاری اونها را
خطا گویی از این برای قرآن خطا گفتی. نه برادرم، نه. قرآن و سنت شما 100% عملی من نمی قرآن و سنت است نگوید برادرم. بله تو از قرآن هم این کار فهمیدی شاید، لیکن از نظر این عملی که تو کردی از نظر مصلحه و مفسده بد نظر کرده میشه. جنابی ابو حنظله از سبب بی‌علمی، من اگر بی‌علم گویم مرا متکبرم نگوید، تحقیرم نگوید، در حقیقت از سبب بی‌علمی نفهمیده ایستادم. از همین جهت میگن که از یک جهت ابو محمد میگد که این کفر است، از یک جهت نمیگه. قرآن این کار کنید کافره، اما یک عمل یک آدم فتنه گوید چی میشود؟ مسئله مفسده. مثلا مثال دیگر، تکفیر در قرآن هست؟ هست. در سنت هست؟ هست. یک برادری ما هر روز براید و کارش مصلحه و مفسده را نظر نکرده تکفیر کردن باشد و عاقبت این تکفیرش فتنه و فساد در بین موحدین شدن باشد. حالا که مسئله تکفیر از مسئله مفسده و مفسده است یک قسمش. اگر ما این این برادر گوییم که برادر این خیلی تکفیر نکن، تکفیر از مسئله مفسده است، حالت را نظر کن، آیا من تکفیر این کار کرده؟ نه برادر، فقط گفتم که تکفیر از نظر مصلحه و مفسده است. بعضی آدم هایی که تو تکفیر میکنی در قلبت است، شرط نه که تو ظاهر کنی، شرط نه که نام به نام همه را تکفیر کنی. این مسئله هم از همون مسئله مصلحه و مفسده هست. اگر نوادا من خطا کرده باشم هم من خودم خطا نمیکنم، نمیگم من انسان هستم، بناگاه خطا کرده باشم هم برادر عزیزم مرا در این مسئله تکفیر کردن غلو است. من همین میخوام فهمونم که ابو حنظله جوانمرد و دوست هایی که دارند اگر بیایند و بهمن بگویند که ابو محمد در همین مسئله تو خطا کردی، کافر نیستی، تو برادری ما است، لیکن خطا کردی، من میگم بله درست، من از خطا کردن هرگز دست نمیکشم. یعنی دست نمیکشم به این معنی که نه من خطا نکردم نمیگم، بله من خطا کردنم ممکن است، اما کافر استی گفتم به دلیل در کار است. من دلیل میطلبم برای آن که اینها از پیش خودشون از نام الله صحبت میکنند، جایی که تکفیر نکرده شود تکفیر میکنند. اینجا جای تکفیر نیست.